به نام خداوند مهربان، با سلام و درود وطنان عزیز و گرامی، بینندگان ارجمند، امیدوارم صحتمند و سالم و بردم هستید. مهمان امروز ما استاد مهدی بشیر. خوش آمدید استاد. ما چند روز پیش با شما صحبت آنلاینی داشتیم و همان صحبت آنلاینی رو انشاءالله که ادامه خواهیم داد. تأثیر وضع روسیه بر تاجیکستان و منطقه و مسائل دیگر است. پیش از این که حالا صحبت رو با استاد مهدی کبیری بدهم، یک خانم به نام آیفه محمد گفته است که به استاد رسانید که ما زنان مهاجر دعاگویشان هستیم انشاءالله. پیش از وارد شدن به سوالها از شما میخواهم که کمی درباره وضع روسیه و تأثیر این وضعیت بر منطقه و تاجیکستان شرح بدهید. خوب میشه. فرمایید. به نام خداوند بخشنده و مهربان. تشکر زیاد برادر محمود جان و همه دستاندرکاران پیام تیوی که این فرصت رو برای ما فراهم کردید و ما وعده داده بودیم در صحبت قبلی که این صحبت همون در کانال خصوصی من برگزار می شود، اما با سبب‌های تکنیکی بازم برگزار نشد. انشاءالله این نوار رو حتما بعدا در کانال خصوصی خودم خواهیم گذاشت. من تشکر میگم به اون خواهری که از روسیه یا از هر گوشه
دیگر دنیا به ما این پیام را فرستاده است. واقعا این گونه پیام های مثبت برای هر مهاجر دیگر دلگرم کننده است و خدا کند که شما هم همیشه تنصیحت و بردم باشه در هر کجایی که باشه. خواهر عزیز در حق ما دعاگو باشید. و همون طوری که شما موضوع صحبت امروزه را اعلان کردید، حادثه های روسیه یا روندهایی که در روسیه گذشته ایستاده است و تاثیر آن به تاجیکستان و منطقه آسیای مرکزی، از دیگر من بسیار یک موضوع مهم است و ما همه تاجیکستانی ها باید نسبت این موضوع توجه داشته باشیم، چون خواهیم میونه تاجیکستان اگرچه از لحاظ اقتصادی سالهای آخر یک وابستگی از چین، از کشور همسایه چین پیدا کرده است، اما در مسائل های سیاسی، در مسائل های نظامی، ژئوپلیتیکی و حتی در مسائل فرهنگی هم هنوز هم ما در اون مداری روسی میچرخیم و حالا من نمیدونم که شماره دقیق مهاجرین ما در روسیه چقدر است. آیا 1.5 میلیون است، 1 میلیون است؟ پوتین یک رقم میگه، رحمانوف یک رقم دیگر میگه، مردم در اطراف 2 میلیون صحبت میکنن. اونایی که تاجیکستانی هستند، تاجیک هستند، چه شهروندی روسیه را گرفتن یا چه هنوز هم شهروندی تاجیکستان را دارن، اما یک شماره بسیار بلندی هموطنان ما در روسیه کار و زندگی میکنن. بنابراین هر چی که در روسیه میگذرد برای ما تاجیکستانیان اهمیت خیلی زیاد دارد. برای این شب و روزها ما را ضرور است که درباره حادثه‌های روسیه باید تحلیل ها داشته باشیم و با هموطنان خودمون در صحبت باشیم تا اینکه تبادل نظر شود و ما از پهلوهای مثبت این روندها برای وطن خودمون استفاده بریم، از پهلوهای منفیش پرهیز کرده باشیم. در عموم من فکر میکنم آنچه که در روسیه این روزها میگذرد بسیار تقدیرساز است، نه تنها برای روسیه بلکه برای تمام کشورهای پسا شوروی، از آن جمله برای تاجیکستان ما هم و تمام جهان امروز نگاه دارد به روسیه که در اونجا این ماجراهایی که شروع شده است به کجا می انجامد. و من باور دارم که الان نه تنها رهبریت روسیه این حادثه ها را پیگیری کرده ایستاده است، نه تنها اپوزیسیون روسیه، نه تنها مردم روسیه، هر کدام از ما در تاجیکستان این مسئله ها را پیگیری کرده ایستادیم و هر کس خلاصه خودش رو میبرد. رحمانوف حتما پیگیری میکند، خلاصه خودش رو میبرد از این حادثه ها. اگر عقل داشته باشد، اگر منطق داشته باشد، حتما خلاصه های درست خواهد برداشت. اما اگر مثل هر دیکتاتور دیگر فکر کند که من احتمال زیاد میدیم که چون عادت کردیم که رحمانوف دیگر یک دیکتاتور است و در سالهای آخر منطقی فکر نمیکند، اون به یک شکل خلاصه میبرد. اپوزیسیون تاجیک هم حتما که ما پیگیری کرده شدیم به یک شکل خلاصه میبریم، مهاجرین ما به یک شکل و هموطنان ما در تاجیکستان به یک شکل دیگر خلاصه میبرند. ما هر چقدر باید تلاش کنیم که این خلاصه ها و دیدگاه ها به هم نزدیکتر باشد. باز تکرار میکنم به خاطر آن که ما هم از خوبی های آنچه در روسیه می شود استفاده بریم و از بدیهایش پرهیز کنیم. در مجموع حالا به حیث مقدمه من این صحبت ها رو میکنم. اگر سوال های درباره حادثه های روسیه و موقع شخصی من یا نقطه نظری من، تحلیل های من اگر لازم باشد من در خدمت هستم. این چون هر سوالی که از طرف شما و از طرف بینندگان شما مطرح خواهد شد. سلامت باشین. سوال در همین باره وضعیت روسیه، حالا که ما در همسایگی داریم قرقیزستان همسایه که در جهان همچون یک جزیره دموکرات که می شود معروف است، تأثیر چندانی نداشت. آنچه تغییراتی که در اوکراین در بیشتر در گرجستان و ارمنستان رخ داد و تأثیرش کمتر بود در تاجیکستان. برای همین میگویم که این مسئله روسیه هم تأثیرش چندان زیاد نخواهد بود. نه، من به این تحلیل ها راضی نیستم، برای که روسیه برای ما تاجیکان از قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان و اوکراین فرق میکند. ما پیشتر گفتیم که نزدیک 2 میلیون مهاجر داریم در روسیه. روسیه در تاجیکستان بزرگترین بازه حربی خود را در خارج دارد و نمیتوان گفت که حادثه روسیه برای ما تاثیر نخواهد داشت. بعدا رهبریت تاجیکستان از رهبریت قرقیزستان فرسخ‌ها دور است از لحاظ
مدیریت جهان بینی. اما رهبریت تاجیکستان با رهبران روسیه خیلی نزدیک است، تقریبا یک اسلوبی رهبری دارند و حتی در مسئله دیکتاتوری از پوتین و از مسئولین کرملین هم رحمانوف خیلی پیشتر هست. اگر شما مثلا گزارش‌های سازمان ملل یا اینکه خانه آزادی و دیگر ریتینگ‌های جهانی را نگاه کنید، روسیه در مسئله آزادی بیان، در مسئله آزادی وجدان یا آزادی اقتصاد وضعیتش از تاجیکستان بهتر است و ما در این مسئله خیلی پیش رفتیم. اتفاقا بسیاری از کارهای بدی که رحمانوف کرد در گذشته و این روز دارد میکند، کم کم دیگر همسایه دارن از رحمانوف عبرت میگیرن، عبرت‌های بد. برای مثال وقتی که رحمانوف آمد تمام قدرت رو در دست خودش جمع کرد و تغییرات در کنستیتوسیون وارد کرد و خودش رو پیشوا اعلام کرد، در دیگر کشورها هم به همین سمت رفتن و روسیه هم اخیراً تغییرات در کنستیتوسیون جاری کرد، رفراندوم برگزار کرد و با پرزیدنت روسیه صلاحیت‌های بیشتر داد که شاید یک سویت فدراسیون یا که شورای دولتی گوسویت تشکیل می شود که در آن صلاحیت‌های رئیس گوسویت حالا برابر پیشوای ملت در تاجیکستان نباشد هم خیلی نزدیک می شود. یعنی این دیکتاتورها دارن از یکدیگر نمونه میگیرند و تقدیر همشون تقریبا یک خیل می شود. من فکر میکنم که تاثیر حادثه‌های روسیه با تاجیکستان بیشتر از آن است که برخی تحلیلگران میگویند. ولی فراموش نکنیم که ملت تاجیک از یعنی یک جنگ شهروندی و سختی‌های اون جنگ شهروندی رو پشت سر کردن و به یاد دارن. از این خاطر وضعیت شاید در تاجیکستان چندان این چیزها تاثیر ندارد با اون نظرداشت این واقعیت‌های تاریخی. بله، در این نکته من با شما موافقم که یعنی بلا فاصله بعد از حادثه‌های روسیه معنی ندارد که در تاجیکستان هم چون این یک حادثه رخ خواهد داد و اینجا نه تنها تاثیر جنگ شهروندی هست، اینجا تاثیر چندین عامل‌های دیگر هم هست. اگر شما اهمیت داده باشید این میتینگی که 2 روز پیش یا 3 روز پیش در روسیه برگزار شد، این میتینگ نیست که بار اول در روسیه برگزار شده باشد و سال نیست که یک مرتبه 2 مرتبه در روسیه، در مسکو، در دیگر شهرها میتینگ‌های سرشمار برگزار شود و حتی کدام سال بود در اون پلاشد بالاتن قریب 60,000 آدم جمع شد و در خبرست در دیگر شهرها هم لنینگراد در این جاها پیوسته میتینگ ها میشه. مسئله اعتراض و میتینگ برای مردم روسیه یک چیزی نو و یک چیزی ناآموخت نیست، اما برای تاجیکان این وضعیت فرق میکند و در ما هنوز فرهنگی میتینگ کردن شکل نگرفته است، چون تقریبا 30 سال میشود که حکومت تاجیکستان به هیچ کس اجازه نمیدهد میتینگ کند، میتینگ اعتراضی مصالحت آمیز، و آهسته آهسته مردم این فرهنگ را از دست دادن و همین است که مردم تاجیک اگر به میدان ریخت دیگر احتمال آن که برای حکومت دشوار شود اون را کنترل کردن خیلی زیاد است، برخلاف حکومت روسیه که هم پلیس و هم حکومت میداند که چیکار کند و هم مردم خودشون عادت کردند. شما در همین میتینگ چند روز پیش دیدید که با کمترین خسارات، اگرچه در خود مسکو اطراف 20,000 آدم جمع شد، در مجموع در روسیه یک چیز بین 50 تا 60,000 آدم در خیابان ها رفتن، اما نه زد و خورد شدید بود و نه جای را شکستند. اگرچه همیشه در تمام دنیا اگر شماره از 1000 نفر بیشتر درآمد، حتما هر چقدر مصالحت آمیز نباشد اونجا شکست و ریخت حتما خواهد شد، چون پرووکاتورها هستند، آدمان فرصت طلب هستند. اما در روسیه دیدید که نه، خیلی وضعیت فرق میکند و بنابر همین ما نباید روسیه را با تاجیکستان زیاد مقایسه کنیم، اما وضعیت خود دیکتاتورها را ما میتونیم مقایسه کنیم که اینها دقیقاً یک کار میکنن. یک نکته دیگر بسیار مهم است که ببینید مردم روسیه شاید 4-5 سال پیش هم از پوتین راضی بودند و اصلا اپوزیسیون روسیه هر چقدر که میگفت اونقدر تاثیر نداشت، اما یک بار مردم خسته شد. حالا مردم حتی کسانی هم که زندگی خوب دارن در روسیه میگن که ما یک ملت آزاده هستیم، برای ما تحقیر است که یک نفر
20 سال در سر حاکمیت باشد. ملت با فرهنگ و تحصیل کرده روس این را برای خود عیب و شرم می‌داند و شاید اونا بسیارش بخبر باشند که در همین کشور پساشورایی با نام تاجیکستان الکی 30 سال میشود یک پرزیدنت دیگر حاکم است، ولی اونا شاید میگن که ما تاجیک نیستیم، ما افریقایی نیستیم، ما یک کشور با آبرو، یک ملت تحصیل کرده و با فرهنگ هستیم و امکان ندارد که چنین یک ملت رو یک نفر 20 سال 30 سال مدیریت کند، هر چقدر خوب هم نباشد. این خسته شوی مردم از پوتین، از یک رهبر دراز عمر یا طولانی تاثیر خود را رساند و کمترین دعوت اپوزیسیون میبینید که طرفدار پیدا میکند و آنها به میدان ریختند. من فکر میکنم که همون خستگی در تاجیکستان هم هست، وجود دارد و ما اگر این مسئله را مقایسه کنیم فکر میکنم که نابسته از فرقیت در سیاست، در اقتصاد، در مسائل های دیگر، این یک عمومیت بین دو ملت هست که هر دو ملت هم ملت تاجیک و هم ملت روس از یک شخصیت، از یک چهره خسته شدند. ببینید در بهار عربی که حالا مثلا همچنین نام دارد، اولین در تونس یک شعله، یک قیام مردمی برخاست و یک شعله پیدا شد که این شعله آهسته آهسته به قریب اکثر کشورهای عربی رسید. با نظر داشت اینکه روسیه موقعی ژئوپلیتیکی روسیه و اون موقعی که تأثیری که در منطقه دارد به خصوص منطقه ما، آیا میتوان گفت که همین حادثه هایی که در مثلا روسیه پیدا شد، همین شمال های این یک چیزی برسد؟ حالا همین گفتن تظاهرات مثلا در تاجیکستان مثل یک تابو شده است، صرف نظر از بعضی چیزایی که در مثلا خراسان پیشتر رخ داد، پیش از اون در بدخشان رخ داد، یا در منطقه آسیا مرکزی یک سال پیش اینقدر در مثلا این تظاهرات ها در قزاقستان بود، خیلی اون قرقیزستان همه میدونن. آیا فکر نمی کنید که همین چیز، همین یک شعله مثلا گرجستان یا اون تغییراتی که در ارمنستان شد، تغییراتی که در اینش در دیگر جا شد، حتی این چیزایی که حالا در بلاروس رفته ایستاده است، آیا این حادثه های روسیه بیشتر، یعنی همین تابویی که خصوصا در تاجیکستان، همین تابوی تظاهرات، مردم برآمدن به تظاهرات هم نمیشکند؟ نه، ببینید در تاجیکستان البته این تابو، این ممنوعیت ها شکسته شده ایستاده است. یعنی نابسته از اون که در روسیه، در بلاروس چی میگذرد. اگر 5 سال پیش برای فقط در یک ویدیوی من لایک موندن کدام یک جوان رو 9 سال زندانی کردن، فقط برای یک لایک بود و این به خاطر ترسوندن جامعه بود که واقعا جامعه ترسید و 3-4 سال دیگر قریب کسی آماده نبود که یک لایک موند، ویدیو تماشا کند یا حکومت رو تنقید کند. اما در این چند وقت اخیر پیش از تظاهرات روسیه دیدید که ملت تاجیک یک باره شجاعت و جسارت پیدا کرد و صدها و شاید هزارها آدما با نام خودشون، با صدای خودشون در کانال های یوتیوبی، در فیسبوک، در همه جا از حکومت تنقید کرده ایستادن. حتی خود رحمانوف را به چالش میکشند و او را آشکار دربارش گپ زده ایستادن که تو ظالم هستی، تو دیکتاتور هستی. و من فکر میکنم که این تابوشکنی، این قالبشکنی در ذهن ملت تاجیک پیش از حادثه‌های بلاروسیا و روسیه با وجود آمده بود. اما وقتی که ما مثلا اون حادثه تونس را که از تونس سر شد و بعد و دیگر کشورهای عربی از روی پرینسیپ دامینو تز گذشت، این را اگر بیاریم به منطقه کشورهای پساشوروی، اینجا یک کمی فرقیت هست. ببینید اگر ما در یک دولت بودیم، اگرچه اکثریت ملت ها هنوز هم با زبان روسی صحبت میکنن، اما تاجیک زبان خود را دارد، قرقیز، قزاق، ازبک، روس، و این فرقیت فرهنگی، زبانی و حتی دینی. ما کشورهای آسیا مرکزی مسلمان هستند، کشورهای دیگر اکثریت مسیحی هستند مثل اوکراین، روسیه، بلاروس. اینا خواهیم نخواهیم تاثیر خود را میرساند. اما تونس و همه این کشورهای عربی که در اونجا این انقلاب ها خیزش رخ داد، اینا همشون اکثریت مسلمان هستند، اکثریت کشورها همشون با زبان عربی صحبت میکنن. اگر یک برآمد، یک سخنرانی
مثلا در تونس شود یا در مصر شود، در سوریه شود، تمام عرب ها نزدیک 300-400 میلیون اون را تماشا میکنن و تحت تاثیر قرار میگیرن. شما در جهان عرب تلکانال های معروف قوی را مثل الجزیره دارید. شما مثلا ببینید که العربیه هست و وقتی یک رسانه قوی با زبان عربی صحبت میکند این صدها میلیون تماشا میکند. اما در ما چه؟ در ما با یک زبانی مثلا کریلی مینویسیم، با حروف کریلی با زبان فارسی صحبت میکنیم، نه میلیون ها فارس زبان ما را میفهمد، نه میلیون ها روس زبان ما را خوانده میتواند و ما در یک انزوای فرهنگی زبانی علمی قرار داریم که این تاثیر خود را حتما میرساند. اما انتقال دهنده این افکار و این روحیه بیشتر من فکر میکنم مهاجرین ما هستند که اینها در روسیه هستند، در اونجا کار میکنن، از نزدیک این اندیشه ها را میبینن و از همه مهمش اینترنت قوی و اینترنت بازتر دارند برخلاف تاجیکستان و این اندیشه ها بین آنها بیشتر پهن میشود. من مطمئنم که حالا همین صحبت من و شما را امروز یا بعدتر ممکن 70-80% بیشتر مهاجرین بینن یا کسانی که در خارج هستند، چون یک تاجیکی یا یک تاجیکستانی که در داخل کشور هست هم اینترنتش ضعیف است، هم اینترنت قیمت هست و امکانیت نداره که صحبت‌های طولانی ما و شما را تماشا کند و بنابر همین این عامل ها هم تاثیر میرساند که چرا در ما این گونه اندیشه ها و حادثه ها با یک کمی تأخیر انجام می شود، نه بلافاصله مثل که در کشور عربی بود. ولی من در یاد دارم چند سال پیش شما گفته بودین، به نظرم این در حالا پورا دقیق نمیدونم ولی همین شما یک بار گفته بودین که یعنی آن چیزی که در کشورهای عربی میرسد تاثیرش کمتر است از اینکه یک حادثه در یک کشوری پس شوروی رخ بده. همین خیلی گفته بودین. بله من ببینید نظری من این بود که اصلا تاثیر بهار عربی با تاجیکستان بیشتر از تاثیر مثلا حادثه اوکراین و گرجستان اینا بود، چون مردم یک احساسی همدلی همراهی با مردم کردن، با عرب ها کردن که بالاخره از ظلم و شکنجه دیکتاتورهای محلی خودشون آزاد میشوند. اما یک قسمشون آزاد شد مثل تونس، اما یک قسم دیگرش از یک دیکتاتور رهید و دیکتاتور دیگر گرفتار شد مثل مصری ها، مثلا از مبارک خلاص شد، در سیسی گرفتار شد. اما در تحت تاثیر حادثه های اوکراین و گرجستان اینا حتی ارمنستان قرار نگرفتیم. اما وضعیت روسیه فرق میکند با یک دلیل اینکه ما در روسیه مهاجر زیاد داریم. ما در اوکراین، در گرجستان، در ارمنستان قریب هیچ کس نداشتیم، فقط از اخبار تماشا میکردیم. اما در روسیه ما مهاجر داریم. این یک. دوم که همون مشکلات دیکتاتوری که در روسیه هست در تاجیکستان هم هست. یک انسان، یک پرزیدنت بیشتر از 20 سال یا 30 سال در سر حاکمیت هست. اما در اوکراین شما این حادثه را نداشتید. من یاد ندارم یگان پرزیدنت اوکراین از 10 سال بیشتر رهبری کرده باشد، یا در ارمنستان یا در گرجستان. بنابر همین یا در قرقیزستان هم. بنابر همین این حادثه ها در ما تاثیر کمتر میرساند. اما چون عامل های تاثیررسان بین تاجیکستان و روسیه خیلی زیاد است، من فکر میکنم که ما بیشتر باید تمرکز بالای روسیه کنیم که در روسیه چی میگذرد. بسیار خوب. حالا که در حادثه های روسیه را ما و شما بحث داریم، در تاجیکستان هم این سوال با شما بسیار داده می شود که وقتی که شما مردم به قیام مردمی دعوت میکنید، آینده اونا فکر کردید؟ آیا در خود روسیه تا حال بعضی روشنفکرها از آینده ناروشن نگران نیستند؟ بله، بسیاری از روشنفکران روسیه برای نظرند که خب اگر پوتین می رود در جای پوتین کی هست، کی میآید این سیستم رو مدیریت میکند و این سوالات خیلی منطقی هستند. اما باید گفت که روسیه بر خلاف تاجیکستان همه الیت سیاسی خود را نابود نکرد و اگر امروز پوتین برود، مطمئنم یا از داخل کماند پوتین یا از اپوزیسیون پوتین حتما شخصیت های پیدا میشن که در داخل خود هم روسیه هستند و که این کشور بزرگ را اداره خواهند کرد. و حالا بعد معلوم نیست که خود پوتین چند سال دیگر احتمال دارد که قدرتش را نگه بدارد و
این احتمال هم هست. اما یک چیز خیلی آشکار است و در این مسئله تمام کارشناسان داخلی و خارجی و کسی طرفدار پوتین است یا ضد پوتین است راضی هستند که این حادثه که شد یک چرخش جدید و خیلی قوی در تاریخ معاصر روسیه هست و وضعیت روسیه بعد از این حادثه نوالنی مانند قبل از حادثه نوالنی نخواهد بود. در این مسئله همه اتفاق نظر دارند. منفی مثبت. حالا این وابسته به آن شما در کدام طرف قضیه هستید. مثلا برای پوتین و طرفداران پوتین بد خواهد بود چون دیگر ملت روسیه دیگر اون ملت پیشینه نیست. برای اپوزیسیون پوتین بهتر خواهد بود. بعد یک چند عامل دیگر است که وضعیت را بر ضرر پوتین و بر نفع اپوزیسیون خواهد کرد. پیش از همه هم تاثیر کرونا ویروس بود و هم روسیه علاقه دچار تحریم‌های بین‌المللی قوی‌تر شده ایستاده است و در آینده بایدن این را بیشتر خواهد کرد و تمام این عامل‌ها تاثیر می‌رسانند که وضع اقتصادی اجتماعی روسیه بدتر خواهد بود و پوتین هم یک چند اشتباهی استراتژی کرد که از حساب پول نفت و گاز زیاد یک مقدار 5-10 سال پیش سطح زندگی مردم را بالا برد و انتظاری و توقعات مردم روسیه را کمتر بالا برد و یک بار وقتی که نرخ نفت پایین افتاد و از طرف دیگر روسیه دچار تحریم‌های اقتصادی شد و از همه بدترش دزدی مالکیت دولتی و ملی در روسیه به حد اعلا رسید که نمونهش رو در همین فیلم اخیر نوالنی همه نزدیک 90 میلیون علاقه تا امروز تماشا کردند و اینا همه تاثیر خود را رسوند در مجموع که وضع روسیه در عموم و وضعیت خود پوتین روز به روز بدتر خواهد شد و عامل‌های کمک رسان به اپوزیسیون روسیه در آینده بیشتر خواهند بود و این نکته را ما باید تحلیلگران تاجیک، اپوزیسیون و ملت تاجیک در مد نظر داشته باشیم. اما برخلاف روسیه، حالا سوالی که شما دادید محمود جان، برخلاف روسیه رحمانوف تمام الیت سیاسی خود را هم طرفداران خود را و هم اپوزیسیون خود را تقریبا از میدان بیرون کرد، کش نابود کرد، زندانی کرد، مهاجر کرد. حتی از من تکرار میکنم حتی از طرفداران خودش امروز در کمند رحمان از طرفداران خودش بغیر از پسرش یا دخترش یگان شخصیت نیست، یگان چهره نیست که هم خودش ناترسیده بگوید که من میتوانم دولت رو اداره کنم و هم دیگران میترسن او رو بگن. یک عبیدالله بود که او رو هم کنار بردن، دوستیف رو هم کنار بردن، سفرعلی کنجایف کشته شد و در الیت سیاسی تاجیکستانی طرفدار رحمانوف دیگر یگان شخصیت قوی و دارای صلاحیت نمانده است. این یتیموف و رمضان رحیمزاده و اینا را که گاه از اینها نام برده میشد، اینا شخصیت نیستن، اینها بیشتر آمادن از لحاظ فکری و شخصیتی که مثل یک قراول پاسبان در خدمت یک شخص قوی دیگر باشند. اون شخصیت و جایگاهشون و خاراکترشون امکانیت نمیدهد که اینها جسارت یا را داشته باشند که مثلا بگن که بله اگر رحمانوف نیست یک روز ما هم میتوانیم رهبری دولت باشیم. شاید این آرزو رو در قلب دارن و گاه کارهای میکنن مثل سابوتاژهای سیاسی و اقتصادی که وضعیت رحمانوف یا خانواده تنگتر شود و بعضا اوتش که اینفورماسیا معلومات ها رو به خارج میفرستن که جایگاه رحمانوف را ضعیف کنن، اما خودشون جرأت و جسارت امروز این حرف را آشکار زدن ندارن. از طرف دیگر شخصیت های غیر حکومتی قوی را زندانی کرد یا به خارج فرستاد یا نابود کرد و این خطر دارد برای ملت تاجیک اگر اپوزیسیون مدیریت خوب نکند و روند را از حال اون خیزش مردمی را که حتما رو خواهد داد اگر اون را خوب کنترل نکند میتواند که حادثه‌های لیبیا یا اینکه سوریه در تاجیکستان تکرار شود و این با عیبی خود رحمانوف خواهد بود برای آنکه رحمانوف در داخل کشور هیچ یک حزب هیچ یک شخصیت رو باقی نگذاشت که بتواند در روزی که مردم میخیزند وضعیت را از نزدیک کنترل کند. حالا اپوزیسیون تا چه حد میتواند وضعیت را از خارج کنترل کند یا در داخل ما باید یگان گروه ها و نیروهای را پیدا کنیم، همکاری کنیم که اونها بتوانند
مردم رو در همکاری با اپوزیسیون خارج کنترل کنند که در روزی که مردم قیام میکنند و رحمان فرار میکند و حتما فرار خواهد کرد، در اون وقت یک بی‌سامانی و بی‌ثباتی رخ ندهد. حالا شما وضعیت تاجیکستان را مثلی یا شبیه وضعیتی لیبیا در زمان قذافی تشبیه داده شدین؟ بله، میگوید مثلا وضعیت تاجیکستان خیلی نزدیک است. ببین محمود جان، من نمیگم 100% به لیبیا یا سوریه مانند است، خیلی نزدیک شده است، چون که معمر قذافی خب یک دیوانه فعل بود. او تمام اپوزیسیون حتی فوتبالیستای مشهور را نابود میکرد. یک فوتبالباز مشهور در تیم ملی لیبیا هم حق نداشت که نامش را در مایکش بنویسد. قذافی نمیخواست که یک کسی دیگر محروم شود، فقط رقم می نوشتند و حتی شارحان فوتبال هم وقتی که تیم ملی لیبیا بازی میکرد نمیگفت که مثلا توپ را احمد یا عباس یا یک کسی دیگر زد، میگفت توپ را رقم 10 زد، توپ را رقم 5 زد. یعنی تا این حد میترسیدن که یک نام مشهور شود در پهلوی معمر قذافی. و عاقبت قذافی چی شد؟ همون مردمی غضب‌آلودی در خیابان او را نابود کردند، در صورتی که در کشورهای دیگر وقتی که مردم قیام کرد یک دو شخصیت معروف با آبرو باقی مانده بود که مردم حرفی را شنید. رحمانوف وقتی که شخصیت‌های دینی را از صحنه دور کرد، نابود کرد، مثل اشای نورالدین جان، مثل حاجی میرزا و ده ها نفر دیگر، شخصیت‌های سیاسی را مثل زید سعیدوف، محمد روزی اسکندروف زندانی کرد، رهبران دیگر احزاب را به خارج فرستاد و یا اینکه در زندان است مثل محمد علی حییت و سید عمر حسینی و دیگر شخصیت‌هایی که واقعا میتوانند تاثیرگذار باشند، دیگر خودش مانده است و مردمی غضب‌آلود و این مردمی که میتواند مثل معمر قذافی گریبان رحمانوف را بگیرد. و همین است که در این مسئله در رفتارهای رحمانوف با لیبیا خیلی با قذافی خیلی مانندی است. اما من امید دارم که ملت تاجیک هنوز هم اون درجه غضب و قهرش به حد لیبیایی‌ها نرسیده است و او را می شود که مدیریت کرد تا اینکه بدون یک خونریزی و بدون کدام شکست و ریخت بزرگ وضعیت را تغییر داد. اگر خیلی که میگوید وضع در تاجیکستان قریب یا نزدیک به وضع لیبیا در زمان قذافی است، پس آینده خیلی خطرناک رو مثلا احتمالاً مثلا در وطن روبرو شیم. برای همین چی باید کرد؟ نظری شما همچون رهبری پیمان ملی چی است که در همین حالت که وضعیت به اون شکل به اون سمتی که لیبیا رفته است به اون سمت نرود؟ اصلا ببینید وظیفه یک پرزیدنت است که این مسئولیتش طبق کنستیتوسی است که باید کار نکند که وضعیت به سمت بی‌ثباتی برود و باید که سری رحمانوف در کند، سری وزیران امنیت و داخله اینا در کند و این سوال باید اونها جواب دهند که چیکار باید کرد که و مردم غضب‌آلود نشود. اما مردم روز به روز غضب‌آلود شده ایستاده است. باز تکرار میکنم یک سال پیش وضعیت این خیلی نبود و در آینده بدتر خواهد شد. راستی همونطوری که پیشتر گفتم که وضع اقتصادیش بدتر خواهد شد و تحریم‌های بیشتر خواهد بود. این تاثیر بالای صدها هزار مهاجر تاجیک میرساند و پولی کمتر به تاجیکستان میرود. رحمانوف اقتصادیات رو از بین برد، رحمانوف کارخانه‌ها رو از بین برد، فقط چایخانه ساخت و فلاگشتاک و این پرچم و قصر و اینها رقص و بازی. با این وضعیت رحمانوف میتوان گفت که زمینه‌ها و پایه‌های ثبات رو در تاجیکستان از بین برد. از طرف دیگر اپوزیسیون رو زندانی کرد، مهاجر کرد، همه رو محدود کرد. حالا ما در اپوزیسیون در خارج تقریبا به جای رحمانوف فکر کرده ایستادیم که چیکار کنیم که وضعیت از کنترل بیرون نشود و بی‌ثباتی تاجیکستان رو فرا نگیرد. حالا اگر کسی سوال بدهد که اگر که شما میدانید که وضعیت در صورتی که مردم به یک خیزش دست بزنند میتواند از کنترل بیرون شود، پس چرا مردم رو به خیزش دعوت میکنید؟ این سوال خیلی مهم است. بله، ما مردم رو به یک خیزشی فراگیر دعوت میکنیم، اما وقتی دیدیم که اون شرایط فرا رسیده است برای آن دعوت میکنیم که میخواهیم یا نمیخواهیم وضعیت تاجیکستان رو به بدی رفته ایستاده است. حالا اگر هیچ کس یگان اپوزیسیونر نه، کبیری نه، پیمان هیچ کس رحمانوف را تنقید هم نکند،
این مدیریت رحمانوف و این رهبری رحمانوف ما را به همون بی‌ثباتی از این بدتر خواهد رساند. اما اگر ما یک خیزش، یک تظاهرات گسترده مردمی شود، در اینجا 50 در 50 هست. 50 در 50 است که میتواند به یک بی‌ثباتی برساند، میتواند مثل کشورهای دیگر اگر رحمانوف عقل کند و حکومتداران یک قسمتشان عقل کنند و طرف مردم بگذارند، رحمانوف که نمیگذارد و باید فرار کند یا بازداشت شود، اما دیگر کسانی در حکومت کار میکنند شاید اونا عقلشون برسد و کار را به اون حد نرسانند. و این نکته خیلی مهم است که ما باید این مسئله را از بیرون با یک قسم از کارمندان حکومت هماهنگ کنیم. اما اگر کسی بگوید که اگر شما اپوزیسیون در بیرون مردم رو به خیزش دعوت نکنید، اگر شما فعالیت نکنید، اگر شما آرام بیستید، در تاجیکستان بی‌ثباتی نمیشود، این یک خواب است. این خواب رو باید مردم از ذهنشان دور کنند، چون که روز به روز تا امروز ببینید نهضت یا پیمان نه میتینگ کرد، ما نه مردم رو به میتینگ دعوت کردیم، اصلا هیچ کار نکردیم. فقط از بیرون ایستاد تنقید کرده استیم که اصلا نه پول در اختیار ما است نه ارتش در اختیار ما است. ولی وضع کشور، وضع مردم روز به روز بدتر شده ایستاده است. بله بدتر شده ایستاده است. اقتصاد خرابتر شده ایستاده است. بله معاش مردم کم شده ایستاده است. بله نرخ قیمت شده ایستاده است. بله مردم اگر اپوزیسیون چیزی بگوید نگویدن یک روز خودشون میخیزن. بی‌ثباتی اون فرا خواهد رسید، اما اون بی‌ثباتی خواهد بود که مردم دیگر رهبر ندارن. و رحمانوف باور نمیکنن، میخوان رحمانوف از سر قدرت برود. از طرف دیگر نه اپوزیسیون است نه یک رهبری مثلا آگاه و تجربه دار دیگر هست و تقریبا دیگر میتوان گفت که همون لیبیا تکرار میشود. وظیفه اپوزیسیون امروز این است که از حالا باید فکر کند، رحمانوف رو مجبور کند که به تظاهرات، به خیزش مردم از سر قدرت با تمام کماندش برود و حکومت رو به یک حکومت ملی بسپارد که این احتمالش کمی در کم است. یعنی ما نباید خودمون رو فریب کنیم. احتمال آن که رحمانوف خودش میرود کمی در کم است. پس باید چیکار کند اپوزیسیون؟ با مردم بیشتر کار کند، با مردم در تماس دائمی باشد، مثل همینه که الان ما کرده ایستادیم با شما. و مردم هم باید برای یک تظاهرات، یک قیام ملی بدون خونریزی و بدون خشونت آمادگی خود را ببیند و ما هم از طرف خود همچون مسئولین اپوزیسیون، تمام نیروهایی که در بیرون هستند، یک طرح بسیار ملی و قوی را داشته باشیم که بلافاصله بعد از آن که رحمانوف از سر قدرت می رود مدیریت کشور چگونه خواهد بود و ما چگونه تاجیکستان می خواهیم بسازیم که خدا را شکر این کار رفته ایستاده است و همکاری با کارشناسان ادامه دارد و ما باور داریم که همزمان با آن که مردم برای یک چنین یک روز خیزش تیار شده ایستادند، رهبریت اپوزیسیون هم در همکاری با بخش سالم حکومت که از گنرال ها هستند، از کارمندان حکومت هستند در سطح وزارت ها و در سطح محل، با در یک همکاری ملی ما بتوانیم هم مشکلی اساسی ما را حل کنیم که از یک دیکتاتور، از ظلم یک خانواده خلاص شویم و هم کشور را به یک مرحله ثبات و پیشرفت و آرامش وارد کنیم. حالا فکر نمی‌کنید شما شاید با خودش دست محمود جان سوالتون اینترنت ضعیف است، سوالتون نشنیدم. واقعیت که مثلا از سر قدرت حالا آواز من میآید؟ بهتر شد. بله بفرمایید. من حالا باش من تیرا یک مثل کسی با شما زنگ بزند اینجا خلال وارد میشه. بله خوب است که از استودیو مشورت میدید. خوب است. بفرمایید محمود جان. آواز آمد؟ بله خوب شد. من میگویم که شما فکر نمیکنید که یک کمی خوشبین هستین وقتی میگوین که احتمال کم هم باشد رحمان خود به خود میرود یا دست به اصلاحات جدی میزند،
در حالی که با نظر داشت این که در امریکایی که بیش از 200 سال تجربه دموکراتی دارد، دیدیم که ترامپ چیکار کرد و بسیاری ها فکر میکنن که اصلا امکان ندارد که رحمان خود به خود دست به اصلاحات بزند. همین طور نیست؟ بله، منم گفتم که احتمالی آن که رحمان خودش آرامانه با احساس مسئولیت به خاطر ملت، دولت و درک کند که الان دیگر تمام شد، نیروش، عقلش، ذهنش مقام را ترک کند، خیلی کم است. 1% هم نیست. اما همین 1% میتواند 5% شود، میتواند 50% شود. یک راه دارد که همین روندی هست چون این کسی که دست به اصلاحات زده باشد. نفهمیدم، یک بار دیگه تکرار کنید. هست که یک پرزیدنت برای خود تمامی امکانیت‌های بودن در قدرت رو دارد، باز دست به اصلاحات میزند. خب بله هستن. چرا بعضی پرزیدنت‌های هستن که حتی یک کمی دیکتاتور مهاب هم باشن، وقتی احساس میکنن که دیگر نمیتواند میرن. نظربایف چرا رفت از سر قدرت؟ درست که قدرت رو به یک نفر نزدیک خودش سپارید، اما این معنی ندارد که تمامی کارها رو نظربایف از پس پرده اداره کرده است. ما چندین مثال‌های دیگر داریم. پیناچت هم یک وقت دیکتاتور بود در چیلی و خیلی کارها رو انجام داد، اما بالاخره درک کرد و این گونه مثال‌ها خیلی زیادن. اما من یک فکر دارم در اینجا. ببینید، چند سال پیش باز تکرار میکنم که ملت تاجیک حتی جرأت یک لگ مونده نمیکرد. امروز ملت با تمام شفافیت از رحمانوف، البته نه همه ملت، 1000 نفر 10,000 نفر از رحمانوف طلب کرده ایستادن که استعفا بره. حتی در دوشنبه هم نوشتجات ها پیدا شده ایستاده است. حالا شماره این نفرانی که میخواهند که رحمانوف از طریق قدرت برود، در قلبشون، در فکرشون ممکن چند میلیون باشد، اما همگی 5-10 هزار آدم یا 20,000 آدم از این بیان کرده ایستادن. آیسته آیسته شماره به 100,000 برسد، شماره به 1 میلیون آدم برسد، حالا حداقل به 0.5 میلیون آدم برسد، کسانی که در یک نمیدونم در یک شکل ملی، حالا توسط رسانه ها، توسط یگان نظرسنجی از رحمانوف آشکار طلب کنند که از قدرت بیرون، مثل که امروز فرزندان جسور ملت کرده ایستادن در شبکه ها. من مطمئنم اگر 500,000 تاجیکستانی با صراحت آشکار از رحمانوف طلب کند که از قدرت بیرون، حداقل رحمانوف شروع به فکر کردن میکند. این معنی ندارد که میرود. رحمانوف قدرت رو با خون گرفته است، با تبادلات گرفته است، با کشتن گرفته است. بارها گفته است که من این کار خود را تکرار خواهم کرد، اما بالاخره او فکر میکند، میترسد، چون الان دیگر فرزند دارد، مالکیت زیاد، میلیاردها دزدیده است، جمع کرده است و نمیخواد مثل قذافی ریسک کند که همه چیز را از دست بگیرد. بنابراین این یکی از راه‌های بسیار هم قوی هست که ملت این روش آغاز کرده خود را ادامه بدهد، جسورانه استعفای رحمانوف را طلب کند، در ویدیوها، در نوشته‌ها، در یوتیوب، در همه جا آیسته آیسته این صدای ملت که جمع شد هم به رحمانوف تاثیر دارد و هم به اطرافیان رحمانوف. بسیار خوب. یک کاربر به نام نور نورالی سوال داده است، گفته است اگر حکومت باید آشتی میکنیم با همین مخالفین و همه زندانیان را آزاد میکنیم، آیا شما راضی میشوید؟ و چنان شما میگویید حکومت اگر میخواهد آشتی کند اول تیم ما رو، زندانیان ما رو آزاد کند، بعد آشتی میکنیم. نمیترسید که اینقدر اعضایان در بیرون از کشور ایستاده از شما به خاطر آشتیتون با یک دیکتاتور روی گردانند؟ وقتی سوال را مشخص باید داد، با حکومت یا با رحمانوف. اینجا فرق میکنه. رحمانوف همه حکومت نیست و حکومت هم رحمانوف نیست. درست که وزیران و رئیسان کمیته ها در اطاعت رحمانوف هستند، اما وقتی که حکومت میگیم در اونجا صدها و شاید هزارها آدم هست. اونا هم هموطنان ما هستند، اونا هم ملتان ما هستند. ما با اونا مشکل نداریم اصلا. ما مشکلی با رحمانوف و با چند تا این جنایتکاران دیگر داریم که مردم را کشتن، عذاب دادن و این روز هم عذاب داده ایستادن. با اینها نه، با اینها آشتی کردن، با اینها گفتگو کردن سری چی؟ با اینها حتی دیگر یگان شرطنامه امضا کردن معنی نداره، چون اینا اهل جوانمردی و اهل گفتگوشنید نیستن. اما حتی بعضا لازم خداوند با شیطان هم وارد گفتگو شد.
شما قرآن را نگاه کنید، خداوند با شیطان که شیطان بود، ابلیس بود، وارد گفتگو می شود و گفتگو کردن، مکالمه کردن به خاطر، نه اینکه به خاطر دیگر آشتی کردن و عهد و پیمان کردن، نه، به خاطر حل مشکلات، حل مسئله ها. مثلا اگر اونا، من پیشترم طلب کرده بودم، اگر حکومت میخواهد که با ما گفتگو آغاز کند، هیئت مذاکراتی ما در دوشنبه هست. سید عمر حسینی، محمد علی حید، عبدالقهار، قیام الدین و ده ها نفر جوانمردان ما که در زندان نشستند، با آنها گفتگو کنند. اما ما اگر مثلا گفتگو یا مکالمه در مسئله استعفای رحمانوف باشد، چگونگی حکومت آینده و چگونه این دولت و ملت رو از بی‌ثباتی ما نگه بداریم، 100% در اینجا وظیفه هر یک شهروند وطندوست است که با نیروهای ملی، با بدنه حاکمیت، حتی با خود رحمانوف هم اگر بخواهد که استعفا برود و حاکمیت را به یک نیروی ملی بسپارد، چرا گفتگو نشود؟ چرا حتما این را با راهی مثلا با راههای دیگری که در اونجا منطق و گفتگو نیست باید انجام داد؟ اصلا فلسفه من، فرهنگ من از اول تا امروز این است که آن کاری را که از طریق گفتگو، مکالمه انجام داده می شود، هیچ ضرورت با راه روبرو شدن و خشونت و زد و خورد نباید انجام داد. اما باز آشکار میگم، با رحمانوف دیگر هیچ گونه آشتی و هیچ گونه عهد و پیمان شخصا با خود رحمانوف نخواهد شد. بسیار خوب. حالا برمیگردیم به اون حادثه های روسیه. سلیم جان حلیمی، یک کاربر در فیسبوک گفته است حالا کرمل در فکر اعمالی رحمان نیست و تنها مانده است. میشود شما هم آشکارا مردم را مثل نوالنی به خیابان ها دعوت کنید؟ این حق سیاسی یک سیاستمدار است. بله، این حق سیاسی یک سیاستمدار است، اما سیاستمدار باید که بشناسد وقت را، زمان را، مکان را و وقتی که دعوت میکند برای رسیدن به یک هدف باشد، نه اینکه به خاطر تکرار دعوت نوالنی شرایطش در روسیه کاملا دیگر بود. من در یک صحبت دیگر هم گفتم که فضای بین المللی امروز نسبت روسیه دیگر است، نسبت تاجیکستان دیگر است. مردم روسیه آمادگیش نسبت به مردم ما بیشتر هست. در روسیه اپوزیسیون داخلی وجود دارد، در تاجیکستان اصلا اپوزیسیون داخلی قریب که وجود ندارد. چندین عامل ها است که من را اجازت نمیدهد امروز، نه تنها من را، دیگر رهبران اپوزیسیون تاجیک در خارج را هم، که امروز مردم را به یک خیزش و تظاهرات مردمی دعوت کنند. اما اون روز که فرا رسید حتما این کار خواهد شد. بنابر همین وقتی که ما مقایسه میکنیم تاجیکستان رو با روسیه یا کسی دیگر رو با نوالنی، باید در نظر بگیریم که چندین عامل های هست که این دو شرایط رو از هم جدا میکند و انشاءالله اون روز که فرا رسید حتما یک ساعت هم تأخیر نخواهد شد و حتما در یک مشورت ملی از مردم دعوت می شود که دست به این کار بزنند. نه، چند پیش خبر رسیده بود که حتی در شهر کولوب، در بعضی قریه های نزدیک به شهر کولوب نیز به نام همون نوشتجات که مثل امام علی رحمان استعفا اینا پیدا شد و اون چیزی که در دیگر خود دوشنبه در شهر خوجان پیدا شد. آیا فکر نمیکنید یا اون چیزی که در خراسان هم نیز رخ داد، آیا فکر نمیکنید که یعنی نشانه هاش در تاجیکستان پیدا شده است؟ نه، 100% همین است. در خروق، در خراسان، در کولاب، در دوشنبه، در خوجان، در همه جا نشانهاش پیدا است و من فکر میکنم که هر چقدر ما در آینده پیشتر میریم همون قدر بیشتر خواهد شد. البته اینجا یک احتمال است که رحمانوف باز یک بار تلاش میکند با یگان پرووکاسیون یک بار دیگر تلاش کند پیش این رهی خیزش مردمی و بیداری مردم را بگیرد. حالا نمیدونم با در سرش چی نقشه هست، چی جنایتی رو باز با این وزیران قدرتیش طرحی کرده ایستاده است، اما بداند که دیگر این فایده ندارد. یعنی این سال 2021 22 دیگر سال 2015 نیست. یک کارشناس ملی 2 روز پیش صحبت داشتیم، یک تحلیل بسیار جالب کرد که به من معقول شد. تحلیلش گفت که سال 2015 2013 14 15 تمام عامل‌های داخلی و بیرونی بر علیه حزب نهضت و به نفع امام علی رحمانوف بود. تمام عامل‌ها، چه در داخل چه در
خارج چی در منطقه و از لحاظ اقتصادی، سیاسی، بین المللی، حتی پیدایش داعش در منطقه کاملا بر ضرر حزب نهضت و به فایده رحمانوف بود و گفت که اگر در اون وقت شما چی کار هم میکردید، در رهبری نهضت کسی همه بود، این حادثه‌ای که شد این دیگر اجتناب ناپذیر بود. اما الان امروز و در آینده نزدیک هم تمام عامل‌های بین المللی داخلی به فایده مردم، به فایده ملت، از آن جمله به فایده اپوزیسیون شده ایستاده است. برعکس تمام این عامل‌های داخلی و خارجی بر ضرر رحمانوف کار کرده ایستادند. این نظر یکی از کارشناسانی بود که دیروز در یک صحبت این نظرش را گفت و حالا ما میتوانیم راضی نباشیم به این گونه تحلیل ها، اما منم خودم که بالاخره با این تجربه کمی که در کارهای سیاسی و سیاست شناسی اینا داریم، منم به این نظر تا حد موافق هستم که سال 2021 22 23 اگر تا 23 اینا برسد برای رحمانوف دیگر سال 2010 و 2015 نخواهد بود و اگر هر سرکوبگری کند، هر جنایت علیه ملت کند، باید بداند که پرونده جنایی خودش را غفستر و بزرگتر کرده است. بسیار خوب است. یک نفر به نام سلمان سلطانزاده یک کاربر فیسبوک میگوید سلام علیکم، سوال داشتم از رهبر پیمان ملی استاد مهدی کبیری. اکثر مردم بر آن نظرند که تا نظام در کرملین عوض نشود در کشورهای آسیا مرکزی از جمله در تاجیکستان محال است تغییر وضعیت تغییر یابد. نظر شما با این موضوع چیست؟ من موافق نیستم با این نظر، چون که این گونه نظرها را یک گونه نظرهای استعمار زدگی محسوبم و شاید در ارمنستان، در اوکراین، در بلاروس، در قرقیزستان هم، در گرجستان هم بسیارا به همین فکر بودن که تا اگر در کرمل یگان تغییرات نشود یا روسیه نخواهد در تاجیکستان، در این کشورها یگان تغییرات نمیشود. اما وقتی که ملت به خودش باور کرد، وقتی که اون شرایط فرا رسید، دیگر هیچ کس گپی پوتین و روسیه را هم اعتبار نداد. اگرچه پوتین نمیخواست که در ارمنستان تغییرات شود، سرکسیان رفت، پاشینیان آمد، امروز ملت بلاروس بیدار شده است و وضعیت لوکاشنکو را خیلی به تنگ آورده است. در اوکراین هم پوتین و روسیه نمیخواستند که زلنسکی بیاید یا یک تغییرات شده ایستاده است. در قرقیزستان هم میخواد. ما باید ملت تاجیک به خودمون بیشتر باوری پیدا کنیم و دیگر این فکرایی که تا کرمل نخواهد، تا واشنگتن نخواهد، تا اروپا و باز این و اون نخواهد، ما هیچ کار کردن نمیتونیم، این را از ذهنمان دور کنیم. بگوییم که آن روزی که ملت تاجیک خواست، انشاءالله با کمک پروردگار و با غیرت ملت در تاجیکستان همه چیز خواهد شد. دوام سوال این است که همون میگویند که وقتی که حالا شما گفتین که وضعیت در روسیه دیگر بعد همین حادثه‌های اخیر دیگر اون وضعیت پیشینه نخواهد شد، یعنی وضعیت تغییر کرد به نفع مردم، آیا فکر نمیکنید بعد این وضعیت رحمان خود را وابسته به چین و خطای بیشتر میکند، یعنی وابستگیش بیشتر میشود؟ الکی هم خود رحمان و هم تاجیکستان را تا خیلی حدی خطرناک وابسته کرد. اما من فکر نمیکنم که اگر ملت تاجیک وقتی که با پا میخیزه دیگر چین هم این جسارت رو داشته باشد که بیاید به طور آشکار از رحمان حمایت کند یا خدای نکرده در اون عملیات های سرکوبگری ضد مردم تاجیک شریک شود، چون تا امروز خطای در یگان گوشه دنیا این کار رو نکرده است. بله خطای یا حالا چین میگیم، خطای میگیم، به هر لفظی که باشد، به طور گاه پنهان گاه آشکار از دیکتاتورها و از حکومت‌های کورپسیونی پشتیبانی میکند برای آنکه اون منفعت‌های اقتصادی و سیاسی خود را در اون کشورها تأمین کند. ولی ما در یگان جا ندیدیم که چین آماده باشد آشکار با پلیس یا ارتش این کار را کرده باشد. مهم این است که ما باید از حالا سیاست‌های آینده خود ما را آشکار اعلام کنیم که حکومت آینده تاجیکستان بر ضد منفعت‌های اقتصادی و سیاسی یگان همسایه کشور نیست. ما فقط از منفعت‌های ملت و کشور خودمون حمایت میکنیم و باید این منفعت‌ها از طرف همسایه احترام شود و نادیده گرفته نشود. اگر همسایگان این کار را کردن، ما هیچگاه بر ضد چین، روسیه
حالا افغانستان یا ازبکستان و کشورهای دیگر همسایه نیستیم و نخواهیم بود. برعکس ما منفعتدار هستیم که با این کشورها همسایگی خوب و همکاری خوب داشته باشیم، اما در اساس احترام متقابل، منفعت‌های یکدیگر رو احترام کردن و دخالت نکردن در کارهای یکدیگر. یک نفر به نام احمد مصطفی مثل این که از جانبداران پیمان ملی هستند میگوید که استاد مهدی کبیری، سوال این است که در روسیه چند جوانهای فعال بسیارند، چی مصلحت می‌بینید که چقدر حرکت کنند، یعنی در عموم با اونهایی که حالا در وضعیت در روسیه و این وضعیت هست چیکار بکنند؟ دوست عزیز خیلی سوال خوب دادید. من در صحبت قبلی هم گفتم که ما اپوزیسیون رحمانوف هستیم، ما اپوزیسیون دنیا نیستیم. بعضی‌ها میگن شما موقعیتون رو درباره پوتین، درباره اردوغان، روحانی یا هر خطای معلوم کنید. آیا شما دیکتاتور را طرفداری میکنید یا نه؟ دوستان عزیز، اپوزیسیون تاجیک با اون حد قدرتمند نیست که هم با پوتین با تمام دیکتاتورهای عالم مبارزه برد. ما کافی است که همین دیکتاتوری خودمون رو از سر قدرت دور کنیم. اما در کشورهایی که زندگی میکنیم، خصوصا شما که در روسیه زندگی میکنید، باید خیلی آگاهانه و هوشیار رفتار کنید. من توصیه میدم که با این سیاست‌های داخلی روسیه همراه نشوید به هیچ وجه. ما نه زیر پوتین هستیم و نه طرفدار نوالنی هستیم. ما طرفدار آن هستیم که یک روسیه قدرتمند، آباد، پیشرفته و دموکراتی باشد. این را چی پوتین تامین میکند و یا چی نوالنی یا کسی دیگر این را تامین کرده میتواند. وظیفه ما، یا انیخترش بگیم وظیفه شما که در روسیه هستید، در اونجا سلامتی و امنیت خود را تامین کردن، ریسک حلال خود را پیدا کردن و به خانواده‌تون کمک کردن. ولی در مسئله های تاجیکستان من خواهش میکنم که اون موقعی که نسبت روسیه میگیره نسبت حادثه های تاجیکستان بی‌طرف نباشه. تاجیکستان وطن ما هست، در اونجا پدر و مادر ما زندگی میکنن. همه ما آرزو داریم که با اونجا برگردیم، در وطن خود آزادانه زندگی کنیم و برای بازگشت سربلندانه و زندگی سربلندانه در وطن باید که ما شبانه روزی تلاش کنیم، با هم باشیم و مبارزه خود را ادامه بدیم. بنابراین من خواهش میکنم که در حادثه های روسیه شریک نشوید، به میدان نبرایید و این نیروی خود را برای میدان برآمدن برای وطن و تاجیکستان نگه بدارید. یک نفر به نام پرچمبرداری وطن گفته است که این گردهمایی روسیه امروز یا پگاه پخش می شود، شما نگران نباشید، اولین بار نیست کو. یعنی به نظر شما همین آیا چخیل با این گردهمایی حکومت روسیه رفتار میکند، تعامل میکند؟ مثل از همون سوالش معلوم است که همون یک گروه آدم ها هستند که همین گونه نام ها را دوست می‌دارند: وطندار، پرچمداری وطن، سپری وطن و حالا همین گونه وطن را، ملت را مونوپولیا کردن، گرفتن و حالا که همینه که همونایی که شعار بیشتر میپرتویند درباره وطن، همونا بیشتر وطن رو میدزدن، وطن رو غارت میکنن و وطن رو به همین حال رسوندن و اینا آرزو دارن که این گونه تظاهرات در روسیه در جاهای دیگر هم پخش شود و دیگر تکرار نشود. بله مثل پیشینه این گونه تظاهرات ها پخش شدن، سرکوب شدن، ولی باز ادامه دارن. تظاهرات های طرفداران نیمچوف را سرکوب کردن، خودش را کشتن. همین نوالنی را چند مرتبه زندانی کردن، هر روز لط و کوب میکنن، ولی مردم روس باز برآمده ایستاده است و در آینده حتما خواهد برآمد. حالا هیچ کس گفتن نمیتواند که مثلا نوالنی دعوت کرد که آخرای هفته دیگر هم مثل بلاروس براین، آیا میبراین یا نمیبراین این معلوم نیست. اما وقتی که ملت به این حد رسید، شما ببینید که در روسیه کرونا ویروس هست، هوا سرد هست، یعنی مینوس، همون شب که نزد نوالنی رفتن فرودگاه مینوس 20 درجه بود، ولی هزارها نفر رفتن پیشواز. هم کرونا ویروس مانع نشد، هم سردی 20 درجه مانع نشد و هم غیر رسمی بودن این تظاهرات. این تظاهرات بدون اجازت بود، ولی با وجود همین هم بیشتر از 20,000 آدم در مسکو آمد شرکت کرد. هیچ چیز پیش روی مردم رو نگرفت. شما تصور کنید که اگر حکومت روسیه میتینگ طرفداران نوالنی را یا در عموم اپوزیسیون را اجازت بدهد، در یک روز من باور دارم که 10 برابر بیشتر مردم به خیابان ها خواهند آمد.
اما چون مردم حالا میترسن هم از خنکی، هم از کرونا ویروس و هم از غیر قانونی بودن یا به اجازت بودن این تظاهرات، برای همین 20,000 30,000 می آیند. اما مطمئن باشد دوستی عزیز که دیگر این ادامه خواهد کرد. اما ببینید ما نه، باز تکرار میکنم، نه زیر پوتین هستیم نه طرفدار نوالنی هستیم. ما طرفدار آن هستیم که مردم روس، مردم تاجیک در تمام دنیا کروپسی از بین برده شود، دیکتاتور از بین برده شود، حکومت‌های مردمی و ملی بیایند، آنها عوض شونده باشند، یک شخص یک خانواده حاکمیت را تصرف نکند به مدت طولانی. همون چیز را در روسیه هم می‌خوایم و همین را در تاجیکستان هم می‌خوایم. بسیار خوب. یک نفر به نام جمشید یوروف سوال کرده است که آیا پیمان ملی به مثل نوار اخیران نوالنی نیز یگان برنامه، یگان گزارش آماده کردنی هست یا نه؟ اگر سوال همون جمشید یوروف یک نفر، یا اگر جمشید یوروف ادوکت معروف باشد، پس سوال خوب داده است. به این سوال برادر عزیز و دوستمون جمشید میگویم که اگر واقع بینانه صحبت کنیم، اپوزیسیون تاجیک امروز این امکانیت رو، این قدرت و توان رو ندارد. با چند دلیل. یکم که همین رسله دوانی هایی که نوالنی میبرد، اگر پایان فیلم رو نگاه کنید، چه در همین رسله دوانی داریس پوتین یا اینکه درباره مدودوف کرده بود یا دیگرها، بعد در پایان میاد که هم فبکا فوند بر 20 کروپسی که خود نوالنی رهبری میکند، هم این در اینجا سهم دارد، هم مثلا اینسایدر، هم سازمان های ضد کروپسی بین المللی. حتی در این یک دو نوار اخیرش 10 تا سازمان بین المللی در اینجا شریک بودند، از رسانه‌های معروفی مثل شپیگل، مثل اسپانیا ها، فرانسوی ها و امریکایی ها و غیره. یعنی در اینجا یک سازمان ها و رسانه های قوی عمل میکنن که این گونه تحقیقات های قوی و با دلیل و سند آماده شد. از طرف دیگر ببینید در داخل روسیه هم استفاده از وسایل رسانه‌ای و تکنیکی خیلی راحت است. شما میتوانید راحت هر یک روزنامه‌نگار از درون استفاده برد، از همون دستگاه بیس پیلوت اداره شونده. در تاجیکستان تنها حکومت یا رسانه‌ها و شرکت‌هایی که نزدیک به حکومتند میتوانند استفاده برند. یک رسانه مستقل، یک بلاگر، یک ولاگر یا هر کسی دیگر نمیتواند که مثلا بیارد با یک دوربین از طریق درون قصر پرزیدنت یا خانه‌های پرزیدنت یا دیگر مالکیت دزدیده پرزیدنت تاجیکستان را نوار بگیرد، اون را نشر کند و دسترسی به داکیومنت ها و اینا داشته باشد. بنابر همین باید واقع بینانه رفتار کنیم. اون سطح دیکتاتور و اون محدود شوی آزادی که در تاجیکستان هست امکان نمیدهد که ما مثل نوالنی چون یک کارها را انجام بدیم. اما کارهایی که اپوزیسیون تا امروز کرده ایستاده است، با اون امکانیت های محدود، با اون شماره کم، با اون که در داخل تقریبا سرچشمه نداریم، امروز اینقدر افشاگری‌هایی که از طرف اپوزیسیون شده ایستاده است، این را نباید کم دید، کم گرفت و من فکر میکنم که این روند در آینده باز بیشتر خواهد شد. من امید دارم که یک روز میرسد که خود برادرانی که مثلا همین گونه از لحاظ حقوقی از روزنامه‌نگاران بتوانند این گونه تحقیقات ها را انجام بدن. این گونه تحقیقات ها را ببینید حزب‌های سیاسی نکردن. این گونه تحقیقات ها را سازمان های غیر دولتی به اصطلاح که همه دوست می‌دارن میگن که جامعه شهروندی، ما عضو جامعه شهروندی هستیم یا نماینده جامعه شهروندی هستیم و ما اپوزیسیون نیستیم. ما همین نوالنی رئیس یک سازمان جمعیتی غیر سیاسی هست و این کارها را کرده ایستاده است. ما هم باید که این جامعه شهروندی تاجیکستان از آنه که تبدیل شده است به یک کمبودی های اپوزیسیون را میکابد، حکومت را رها کرده است، خوب میبود که در ساختن این گونه تحقیقات های برای ملت ضرور کمک میکردن. بسیار خوب. بابا جان قیوموف سوال داده است که شما همیشه میگویید که دولت دموکراتی ساختنی هستید، اما این تاکید شما در ذهنها خیلی سوال‌های رو به وجود آورده است. مثلا برخی از مخالفین دنیوی به این سخن شما با شک و تردید نمیگردند. با کدام دلیل ها میتوانید آنها را متقاعد کنید؟ اگر به داخل کشور برگشتید و در آنجا اعضا و جانبداران حزب نظر
پاسدار حکومت دینی شوند چی؟ شما چیکار خواهید کرد؟ جایگاه دین در حکومت آینده مورد نظر پیمان ملی در کجا خواهد بود؟ آیا شما هم مثل راشد غنوشی به جدایی فعالیت سیاسی از دینی متقاعد شده اید یا نه؟ این سوال بابا جان قیموف در داخلش یک چند سوالهای دیگر دارد. بعد جمشید سوال داد، جمشید یارو بابا جان قیموف تقریبا این تبدیل شده است به یک مکالمه گفتگوی داخل پیمان ملی. ولی اشکال ندارد، بگذار این برادرانم شهروندن سوالها رو نه تنها در داخل جلسه های پیمان بیدیم بلکه در شبکه هم بیدیم، خوب است. اما شاید که محمود جان من نتوانم الان به همه این سوال ها یک بار جواب بدم، چون که فراموش میکنم یک چند سوال در داخل یک سوال بود و طولانی بعد همیشه شاید که ما به این سوال ها قسم جواب بگیم و همش رو نه در این روز، چون که در روزهای دیگر هر کدام از این سوال ها مثلا همین که مخالفین دنیوی به این سخن شما که یک دولت دموکراتی سخنی هستید با شک و تردید میگردن، با کدام دلیل ها میتوانید آنها رو متقاعد سازید؟ من حالا مشخص‌تر بگم کدام مخالفین دنیوی. من باور ندارم که مخالفین دنیوی، مخالفین حقیقی دنیوی یا دموکراتی تاجیکستان به این اعلان ما یا دعوای ما که ما در آینده در تاجیکستان یک حکومت دموکراتی و کشوری دموکراتی میسازیم شک داشته باشند. اگر شک می‌داشتن تیمور ورقی، علیم شیرزمانوف و جمشید یا ده ها نفرانی که در پهلوی ما هستن و شمارهشون روز به روز یاد شده ایستاده است، اینا در پهلوی ما قرار نمی گرفتن و اونه که باور کردن نمیخواهد و باور کردنی نیست و مخالف هم نیست، ما وظیفه‌دار نیستیم که اونها را حتما با اونها جواب بگیم و اونها را متقاعد کنیم. مطمئن باشید که تا آخر حیات هم متقاعد کردن نمیتوانیم، چون اون متقاعد شدنی نیست و از اول برای نظر است که باید متقاعد نشود. بنابر همین من نظرم این است که ما باید با عملمون از اون که بیشتر میگوییم، یعنی اگر به همون مثلا مردم عادی هم میتونن شک کنن، حتی همون مخالفین دنیوی، آدم شهروندان دنیوی میتوند که شک و شبهات داشته باشد که شاید اینا بیان مثل دیگر که تجربه ها زیاد است در اول ساختن یک کشور دنیوی بگن دموکراتی بگن، بعد بیان همون پروپاگاندا و اجند که خودشون تطبیق کنن. این هست ولی این احتمال در همه هست، فقط در ما نیست. مثلا هر کسی دیگه همون نیروهای دنیوی هم یا دموکراتی هم میتونن الان دعوا کنن که ما مثلا بیایم یک بهشت وعده میکنن. خود رحمانوف مگر چی وعده کرده بود؟ 10 سال پیش 20 سال پیش به شیر مادر قسم خورد و به همه چیز قسم خورده بود، به ما وعده کرد، ولی معنی نداره. اصلا وقتی که یک آدم به عهد و به وعدهش و به ارزشش وفا نکند، اون دیگه به دین و به اسلامی و غیر اسلامی بودنش هیچ ربط ندارد. اون ربط دارد به دو عامل ربط دارد. یکی با آن که خودش تا چه مقدار شخص یا نیروی ارزش محور و سالم هست، دیگه آن که ملت آیا اجازت میدهد یا نمیدهد. ملت اگر آگاه باشد به هیچ کس اجازت نمیدهد، نه به من نه به کسی دیگر. اما من بازم همون جمله که ناتمام ماند میخوام بگم که نباید بیشتر به حرفا باور کرد، بیشتر به عملها باید باور کرد. اون حرف میتواند از منم صدا بدهد، من امروز وعده های بسیار بدیم، اما باید به عمل من رفتار نگاه کرد. به رفتارم ما در داخل کشور وقتی که 15 سال بودیم، در این 15 سال چیکار کردیم؟ در این 15 سال آیا ما یگان کاری کردیم که ضد دموکراسی بود، برخلاف دموکراسی بود، کسی رو مثلا مجبور کردیم، تحقیر کردیم، کسی رو منع کردیم، محدود کردیم؟ نه، برعکس من در پارلمان 10 سال وکیل بودم، قانون‌های را تلاش کردم قبول شود، بحث کردم، مبارزه بردم که همش بیشتر به مسائل دموکراسی بود. من بیشتر در مرکز فعالیتم دو محور بود، یکی آزادی‌های دینی و فعالیت تشکیلات‌های دینی، دیگری آزادی‌های دموکراسی و حقوق بشر بود. و مثلا بیان که در فلان مسئله خودت همچون وکیل نماینده حزب نهضت مسئله را طرز مطرح کردی که بر ضد ارزش‌های دموکراسی بود یا بر ضرر مردم بود. این رفتاری من است، این عملکردهای ما بود. امروز ما این حرفا رو زده ایستادیم. بنابر همین ما بهتر می بود که بگن که خب اگر مردم با شما باور کرد و مثلا
مسئولیت را گرفتید آیا مثل رحمان و وعده خلافی نمیکنید آیا به یک شکل دیگر مسئله رو به این شکل بریم خوب است. ولی من حتما محمود جان و برادر بابا جانم این وعده رو میدیم که حتما این سوالایی که داده شد که خیلی طولانی هستند و هر کدومش شرح میخواهند اینها رو در صحبت‌های تخصصی در کانال یوتیوبی خودم با مردم حتما صحبت خواهم کرد. اگر شما راضی باشید اون سوال‌ها رو من بفرستید که در آنجا جواب بگیرم. بسیار خوب، این سوال‌ها رو من میفرستم. بهتر این است که خیلی گفته در صفحه یوتیوبی خودتون صحبت کنید. ولی یک چیز دیگر در همین مسئله میخواهم که حالا از این بیرون نریم. یک حالا بعضی ها ادعا میکنن که اینه که حالا نه حزب نهضت یا پیمان حزب نهضت دعوا میکند که مثلا سازمان های بین المللی، کارشناسانی بین المللی، دیپلمات های غربی مثلا حزب نهضت رو همچون یک معتدل ترین حزب دینی در سطح حتی در سطح جهان میدونن، یکی از چنین حزبای معتدل ترین میدونن. میگویند که اینها بر این غربی ها، این کارشناسان غربی چندان از طبیعت نهضت، از گروه های تاجیکستانی چندان معلومات ندارن. برای همین اینها یعنی اون میان زیر سوال میگیرن اون نظر و موقع کارشناسان غربی رو. نظر شما چیه؟ من پیشترم گفتم که ما وظیفه‌دار نیستیم که همه کسانی که نهضت رو دوست نمیدارن اونا رو بیایم یک نفر بشینیم متقاعد کنیم. خب رحمانوف هم نهضت رو تروریستی میدوند، رحمانوف هم محمد روزی اسکندر رو جنایتکار میدوند، زید سعید رو بزرگمهر رو. ما اگر بیایم حالا رحمانوف رو متقاعد کنیم چی فایده دارد که نه محمد روزی، زید بزرگمهر، محمد علی حید، حزب نهضت اینا تروریست اکستریمیست نیستن مگر رو باور میکنن؟ یا همون کارشناسانی که حالا شما میگید یک عقده دارن، یک حالا نمیدونم یک کینه دارن، از کجا این کینه یا این بدبینی سر زده است؟ اینا تمام دنیا را، بشر را متهم به آن میکنن که شما نمیشناسید، شما تحلیلتون غلط است. این ما هستیم که درست شناخته ایم. یعنی یک ایده از نخبگان، حالا فرهختگان یا آدمانی که مرجع هستند، اگر هر کسی با اینا راضی نیست اینا آماده هستند که اون را دیگر سرکوب کنند و بگن که شما نفهمیدید، نمیشناسید. من نظرم این است که نباید دیگر دنبال این افراد زیاد گشت، چون اینها هستند، بودند و خواهند ماند. ما باید اکثریت رو به نظر بگیریم. اکثریت دنیا چی میگه؟ سازمان ملل، OBSE، اتحاد اروپا، کشورهای منطقه، کشورهای سالم، البته نه اون کشورهای دیکتاتوری که حتی همونا هم نهضت را تا امروز هیچ کدامش تروریستی اعتراف نکرده است. کارشناسان بی‌طرف چی میگن؟ کارشناسان معروف دنیا چی میگن؟ و از همه مهمش برادر محمود جان، ملت تاجیک چی میگن؟ برای من ملت تاجیک معیار است، ملاک است. نه اینکه حتی اگر تمام دنیا بیاید امروز مرا تروریست اعلام کند، برام البته ناخوب خواهد بود. این نه که من یعنی ناراحت نشوم، نه ناراحت میشم، اما در همین صورت هم برای من چند عامل دیگر مهم است. یکی من در نزد پروردگارم خودم را چی مسئولیت دارم، چگونه میشناسم، آیا پروردگارم از عملکرد من راضی هست یا نه. دوم ملتم درباره من چی فکر دارد. سوم خودم درباره خودم چی فکر دارم. اگر همچون شخص بگیم خودم، اگر همچون حزب بگیم همچون حزب خودمون درباره خودمون چی فکر میکنیم. اینا رو اگر داشته باشیم دیگر حتی جهان علیه ما هم بشورت و در یک نظر باشد، دیگر نباید از این دیگر زیاد ناراحت باشیم. ولی بازم خدا را شکر میکنیم که در قطار آن که هم ملت رو داریم، امید داریم که پروردگارم که ما رو فراموش نکرده باشد. خودمون به این باور هستیم که در راه درست هستیم و اشتباه کردیم، اما یکون جنایت ضد ملت نکردیم، نه تروریست هستیم، نه اکستریمیست هستیم، نه خائن هستیم. دنیا این رو همین گونه شناخته است، سازمان‌های بین‌المللی، این اروپا ما را قبول کرد. اما اگر چند کارشناس، حالا به نام کارشناس، نظر دیگر دارند، نظرشون مورد احترام است، ولی بدانند که اینها اقلیت هستند و در همون حاشیه باقی خواهند ماند. و امروز هم تلاش دارند، بعضیش هم شما میدونید باز هم تلاش دارند، دست نمیبردارند، کوشش میکنند که نه ما حتما به این هدف خود خواهیم رسید و اینها رو فلان میکنیم، اینها رو میزنیم، سرکوب میکنیم و
آشکار میکنیم. خب همون دونکیخوت، قصه دونکیخوت، پرچم در دستتون است. اگر شما هدف زندگی خودتون رو، مقصد زندگیتون رو به همین معین کردید که زیر کبیری و زیر پیمان و زیر نهضت مبارزه برید، دیگر خداوند قوتون بده. ما کسی نیستیم که اصلا ارزش اون نداریم که مثل شماها بیاید علیه ما جنگ اعلام کنید. ما یک اپوزیسیون، حالا گفتی خودتون ضعیف، پراکنده، هیچ کاره، ولی امروز مسئولیت خود میدونیم که به خاطر ملت زیر یک دیکتاتوری که هم ارتش دارد، زندان دارد، میکشد، مصادره میکنه، زیر این مبارزه بریم. اگر شما برای خود مناسب میبینید و لازم میدونید که باز بر ضد آن که رحمانوف همین قدر جنایت را علیه ما کار کرد و ما باز نشکستیم، مبارزه برده شدیم، باز شما هم زیر ما مبارزه برید، دیگر حوالتون به خدا، پرچم در دستتون است، دیگر زدن بگیرید. اما بدونید که ما زیر شما مبارزه نخواهیم برد، اما اون جایی که از مرزها گذشتید حتما خواهیم گفت که برادر یا دوستی عزیز در اینجا علاقه از مرزهای هم انسانی و بشری و عدالت گذشتید و باید که رعایت کنید. کم کن. بسیار خوب. حالا اون سوال هایی که چند سوالی که در یک سوال آمد انشاءالله اون در کانال شخصی خودتان در یک برنامه شرح خواهید داد. سوالی که حالا یک ملاحظه خوبه که شما کردید در همینجا درباره زبان فارسی بود که این موضوع هم خیلی موضوع داغ شده است که همین زبان فارسی میبینیم که شما گفتید که ما را ملت ما را در یک ایزولاسی قرار داد، در یک انزوا. نه پرزبان ها خط ما را خونده میتونن و ما نه خط ما با کریلیکی است و نه روس ها میفهمند. به نظر شما و حکومت هم دارد پافشاری میکند، به نظر شما پافشاری حکومت هم این هدفمندانه است در همین مسئله؟ من حالا اجازت بدید درباره زبان فارسی دیگر صحبت نکنم، چندان بار گفتم و شاید در آینده هم باز در کانال خودم بگم. اما این سوال شما که چرا حکومت پافشاری میکنه، من اصلا به این نتیجه رسیدم که حکومت طرفدار آن نیست که مردم تاجیک امروز باسواد شود، مردم تاجیک معلومات بگیرد. مثلا همین شما این سوال میکرد که برای چی حکومت تاجیکستان نمیخواهد که اینترنت دسترسی مردم باشد و خوب میداند که اقتصاد امروز بدون اینترنت پیش نخواهد رفت. اگر شما اینترنت قوی ندارید، اینترنت آزاد ندارید، اینترنت ارزان ندارید، درباره اقتصادی پیشرفته اصلا حرف نزنید. دروغ میگید. شما میخواهید که هم اقتصادی پیشرفته داشته باشید، هم اینترنت رو بلاک کنید، هم مثلا بیاید نرخ رو گرم کنید اینترنت رو، پس دروغ میگید. دقیقاً همین منطق در نسبت زبان فارسی است، خط فارسی است. یا انیخترش بگیم در سیاست نگه داشتن خط کریلیک است. من شخصا طرفدار آن نیستم که فردا یا پس فردا یک ماه بعد ما از خط کریلیک به خط فارسی یا اون خط دیگر بگذاریم. نه، حکومت تاجیکستان یعنی حکومت آینده باید یک برنامه رو روی دست داشته باشد که در یک دوره 10-15 سال حداقل شاید 20 سال دوام کند، ما تمام ملت رو با خط فارسی آشنا کنیم که از طفل تا کلانسال با این خط بخوانند، بنویسند، صحبت کنند. بعد در اونجا ما فکر کنیم که آیا دو خط میرویم پیش یا اینکه با یک خط میگذاریم. اما رحمانوف برای چی امروز نه اینترنت رو میخواد آزاد مونه، نه خط رو مثال تغییر بدهد؟ برای آن که میخواد ملت در همین حالت بیسوادی باقی بمونه، چون ملت بیسواد را مدیریت کردن، ترسانیدن، فریب دادن آسان است. ملت روسیه را، ملت امریکا را، ملت آلمان را فریب کردن نمیشد. برای چی؟ برای اینا که باسوادن، اینترنت ارزان دارن، اینا معلومات را دارن، خودشون میخونن و هر گپی که مرکل میگه، ترامپ میگه در ترازوی عقل و دانش میسنجن. اما امروز رحمانوف هر چیزی که بگه مردم بیسواد دسترسی نه به اینترنت دارن، نه به یک تلویزیون مستقل دارن، شاید باور کنن و به همین خاطر پیشوا خودش رو کرد. در یک ملت باسواد نمیشود پیشوا کرد. من فکر میکنم که سیاست رحمانوف امروز برای بیسواد نگه داشتن ملت و مردم و در هجرت، در حالت من معذرت میخواهم، عذر میخواهم، از مهاجرین غلامی نگه داشتن منفعت دار است برای آنکه سیاستش را دوام بده.
و نمیخواهد. شما تصور کنید که اگر ما خط فارسی رو همه میتونستیم خوانده و نوشته، امروز میلیون ها کتاب با خط فارسی ترجمه شده است و خط فارسی یکی از خطهای در دنیا در اینترنت از همه بیشتر استفاده برنده شونده است. شما بزنید با گوگل و با دیگر که با خط کریلیک چند درصد دنیا میخواند و مینویسد. من برای همین در یک صحبت گفتم که اگر حکومت رحمانوف کم ترک ملت دوست باشد، کم تر منطق داشته باشد، اگر خط فارسی را بسیار بد میبیند، اگر خط فارسی را بد بیند پس ملت را بد میبیند. ولی معلوم است که خیلی نفرت دارد. پس بیاید ملت را از این بنبست بیرون کند، یا همه را سراسر انگلیسی خوان کند، یا پورا به زبان روسی گذارد، یا پورا به زبان خطایی گذارد. ما ملت تاجیک باید با یکی از زبانها و خطهای جهانی و دیجیتالی راه پیدا کند. دیگر راه نداریم. اگر فارسی را بد میبیند، اما چی بدی دارد فارسی خودمان، خط خودمان، زبان خودمان؟ بزرگان ما 1000 سال، بیشتر از 1000 سال با همین خط گفتن، نوشتن، فکر کردن. از خودمان هست. این نه عرب است نه ایرانی است، مال 100% تاجیکان است. چرا نفرت داریم؟ چرا این را تقلید نمیکنیم که دیگر نیاز به انگلیسی و به خطایی و به روسی و به دیگر نماند؟ اگر نیازی هم هست، همچون زبان دیوم سیوم نیاز داره، نه همچون زبان اساسی. من این منطق را نمیفهمم. یگانه منطق همین است که ملت رو در حالت بیسوادی نگه داشتن. همچنین اون چیزی که حالا گفتید، مسئله هم قیمت بودن، در سطح منطقه قیمتترین اینترنت داشتن و باز در عین زمان همین اینترنت خیلی ضعیف است نسبتی همه همسایه‌ها. مثلا مهاجرین در روسیه از اینترنت خیلی خوبی برخوردار هستند. این به ملت غیر مثلا بیسوادی، به معرفت شدن، از دنیای عصر 21 دور ماندن، باز ضررهای دیگر هم دارد. پیش از همه به اقتصاد دارد. حالا به دانش و به سوادناکی مردم که 100% تاثیر میرساند، اما به اقتصاد هم تاثیر میرساند. امروز اقتصاد را به اینترنت تصور کرده نمیشود، به اینترنت قوی و ارزان. رحمانوف میگه که ما به حکومت الکترونی میگذاریم. من میگم دروغ میگه. میترسد از حکومت الکترونی. وقتی که حکومت الکترونی شد، شما سپراف را بدون رئیس جماعت میگیرید. یک سند را طریق حکومت الکترونی از اینترنت خودتون سکچات میکنید یا که بارگیری میکنید، اون میفرستند میگیرید. دیگه شما ضرور نیست که برید به رئیس جماعت، به رئیس مثلا ناحیه، به رئیس پلیس، به دیرکتور مکتب پاره بدید، پول بدید که به شما یک سپراف بدید. این را شما از طریق اینترنت هم حکومت الکترونی میفرستد به شما. اما در این حالت باید شما اینترنت قوی داشته باشید و اینترنت ارزان داشته باشید، سرعتش بلند باشد. رحمانوف از یک طرف دعوای حکومت الکترونی میکند، قانون درباره گذاشتن به حکومت الکترونی داریم. رحمانوف قانون رو پامال کرده ایستاده است، قانون رو اجرا نمیکند. این قانون رو وقتی که ما وکیل بودن در اونجا قبول کرده بودیم، اما اینترنت رو قیمت کرده است، سرعتش رو پس کرده است، بلاک میکند، بعد دعوای حکومت الکترونی و دعوای اقتصاد پیشرفته میکند. من به این نتیجه رسیدم که رحمانوف آماده هست که مردم قشاق شود، گرسنه بماند، اقتصاد ضعیف شود، تجارت الکترونی نباشد، داد و گریفت الکترونی نباشد، اینترنتی نباشد، اما مردم آزادانه نتوانند از طریق اینترنت گفتگو کنند، صحبت‌های کبیری را بشنوند، از دیگر محمد اقبال را بشنوند، از گروه 24 را بشنوند، یا اینکه تبادل معلومات کنند. این را رحمان از این میترسد. تا آن روزه که مردم صدا بلند نکنند، رحمانوف هیچ وقت اینترنت را ارزانتر و سرعتش را بلندتر نخواهد کرد. مردم ما طاقت کرده ایستاده است، مردم صبر کرده ایستاده است. رحمانوف همون روز دید که صبر مردم تمام شد، مطمئن باشد همون شب و روز هم نرخ اینترنت رو ارزان خواهد کرد و هم سرعتش رو بالا میبرد. ولی بعضی فکرها و بعضی اونهایی که به حکومت نزدیکن میگوین این مثلا اینترنتی تیز فعال هم بر ضرر عائله هاست، بر ضرر کودک هاست، اطفال است. این مثلا جنبه های منفی اینترنت رو هم میگوین. خب ببینید، اینترنت یک پدیده جهانی است. همون ضرری رو که در تاجیکستان میرسونه در
روسیه در آلمان در امریکا میرساند. همون فایده رو که در جهان میرساند در تاجیکستان هم میرساند. و اینترنت مثل همون کارد هست. شما کارد رو میتوانید برای بریدن میوه و سبزیجات استفاده برید، میتواند یک جنایتکار برای آدمکشی استفاده برد. یعنی نمیشود برای آن که بگن که با این کارد آدم کشته می شود شما اصلا کارد استحصال نکنید یا خرید و فروش کارد را اجازه دادید. قوه برق هم آدم را میکشد. بسیارها از قوه برق میمرند. قوه برق با چشم ضرر دارد ولی ما خاموش نمیکنیم برای اینکه نیاز داریم. این وابسته به آن است که ما چگونه از اینترنت استفاده میبریم. حالا اینترنت مثلا یوتیوب برای طفلان بلاک دارد، بلاک میکند، یعنی یک محدودیت ها دارد. خود شما میتوانید گوگل را هم طرز نصب کنید در خانواده‌تان که فقط برای کودکانتان باشد و اصلا وقتی که کودکتان از کامپیوتر خودش وارد اینترنت میشود با سایت هایی که برای کودکان پیش بینی نشده است وارد شده نمیتواند. این در تمام دنیا هست. این وابسته به اون است که خود شما چقدر آگاه هستید و از اینترنت چگونه استفاده میبرید. اما برادر محمود جان، این طرفداران حکومت دیکتاتوری فیک ها نسبت همه مسئله بهانه دارند. من یک مثال میارم شما را. وقتی که در پارلمان کار میکردم در اونجا قانون ماشینای سیاه‌شیشه را منع کردم. من برآمد کردم گفتم برای چی منع میکنید؟ تاجیکستان کشوری گرم است، آفتابی است، در همه دنیا این اجازه است، چرا شما منع میکنید؟ از وزارت تندرستی، وزارت داخله، از دستگاه پرزیدنت آمدن ده ها دلیل آوردنی شدن که برای چی در تاجیکستان ضرر دارد باید که ماشینای سیاه‌شیشه نباشد. بعد یک سال وقتی که پول در کار شد، بودجه ضرر دید و برای ساختمان راغون پول لازم شد، آمدن در قانون تغییرات وارد کردن که ماشینای سیاه‌شیشه اجازه شود. هم وزارت تندرستی و هم وزارت داخله و هم دستگاه پرزیدنت آمدن گفتن که ماشینای سیاه‌شیشه هیچ ضرری ندارد. شما $500 به بودجه وارد کنید میتونید ماشینای خود را سیاه کنید. بعد من سوال دادم که برادر دوست، همین خودت یک سال پیش آمدی 10 دلیل بهانه آوردی که برای چی در تاجیکستان باید ماشینای سیاه‌شیشه نباشه. امروز خودت آمده ایستادی گفته ایستادی دروغ میگویی با یا اون گپ دروغ بود یا اینش. برای چی میگویی که ضرر ندارد برخلاف گپ خودت؟ وقتی که برای شما پول در کار شد گفتن نه خب دیگه امروز که پول در کار است و ما میگیم که ضررش اونقدر زیاد نیست، فایدهش بیشتر است برای که پول میاره. همین آدمایی که الان درباره ضرر اینترنت میگن، فردا اگر رحمانوف بگه که اینترنت فایده دارد و سرعتش رو بلند کنه، باز همینا تعریف میکنن که ببینید رحمانوف چقدر قوی مردم رو میخورد، چقدر ملت دوست است، من اینترنت رو آزاد کرد، ارزان کرد، سرعتش رو بالا برد، این یگان ضرر ندارد. این گروهی بهانه‌جو، این گروهی سفید کننده دیکتاتورها، اینها رو میگن ادوکات های شیطان، ادوکات دیابل. اینا همیشه بهانه دارن، اینا همیشه دلیل دارن، نباید حرف اینها را همچون معیار به حساب گرفت. حالا یک چیز به ذهنم آمد، سال 2014 بود 13 بود، شما همچون نماینده حزب نهضت اسلامی همراه یک سید عمر به نظرم یک برای پیشگیری از همون پدیده شرم‌آور ابله شما برای پولکی کردن همین به ارمی خدمت عسکری رفتن یک پیشنهاد کرده بودین. اونها در اون روزها چی میگفتن و حالا چی میگن؟ بله، من اخیراً خواندم در رسانه ها که این قانون را قبول کردن یا کرده ایستادن در پارلمان، ولی خیلی میدونه از یک چیز افسوس خوردم. حالا اگر بگم که ناراحت هم شدم دروغ نیست. وقتی که رسانه ها در این باره نوشتن، حتی رادیو آزادی نوشت، دیگر سایت ها، یگان نفرشون حتی جرأت نکردن بیاد بپرسن که شما که وکیل بودید و لایحه قانون را تشبث نشان دادید، پیشنهاد کرده در همین موضوع، از من حتی صحبت نگرفتن. من حالا شاید بعضی دوستان بگن که خب شر نیست که از شما بگیرن. حالا ما چند وکیل داشتیم در اون وقت که اون وقت این قانون رو پیشنهاد کرده بود، اما الان این قانونی که پیشنهاد کردن در یک مسئله با قانونی پیشنهاد کرده ما عمومیت دارد، در تمام مسائل های دیگر اصلا به یک مخالف آن است. چرا؟ من وقتی گفتم که کسانی که نمیخواهند خدمت حربی کنن، پول پرداخت کنن،
این پول نه این بود که با بودجه باز رحمانوف و با کیسه رحمانوف برود. من ماهیت قانونی پیشنهاد کرده من در چی بود؟ که یک فوندی پشتیبانی از نیروهای مسلح تاجیکستان تأسیس شود. این فوند میتواند در نزد دستگاه پرزیدنت باشد، وزارت مدافعه باشد، یا که در آنجا زیر نظر جامعه شهروندی هم باشد. کسانی که نمیخواهند خدمت کنند با این فوند مبلغ جدا کنند. این مبلغ مستقیم با بودجه نرود، بلکه در همین فوند نگه داشته می شود. از حساب پول این فوند به سربازانی که میخواهند خدمت کنند معاش تعیین کرده شود، معاش حداقل، تا اینکه یک کمک به خانوادهشون شود. یک جوان فرار نکند از سربازی به روسیه برود، بلکه برود در ارتش خدمت کند، هم به وطن خدمت کند و هم چند خلطه آرده به خانوادهش، چند خوراک غذای فرستاده بتونه معاش حداقل تاجیکستان را سرباز بگیرد. از همین فوند برای سرباز جای خواب، دندانشویک، لباس خوب، لوازمات سانیتری را تأمین کنند. یعنی همین پولی که سربازانی یا کسانی که خدمت نمیروند میسپارند به کسانی خرج شود که به سربازی میروند و این به فایده ملت می بود و اصلا ابلاغ از بین میرفت. هدف اساسی من از بین بردن ابلاغ بود و کمک به خانواده‌های تاجیک، کمک به کسانی که سربازی میروند. اما اینا آمدن الان این را پولکی کردن و حتما حالا این پول باز به بودجه میرود، دزدیده میشود و سربازان معاش نخواهند گرفت. من چون ندیدم در اون لایحه قانون، در اون خبرایی که خواندم که از این بابت به سربازان معاش داده می شود و به خانواده‌های کسانی که فرزندشون سربازی می رود یا اون کمک از این مبلغ کرده می شود. اگر ژورنالیست ها، رسانه ها این جسارت رو می کردن، حداقل اون توازن روزنامه‌نگاری رعایت می کردن، باید مراجعه می کردن که هدف لایحه ما چی بود و الان حکومت چگونه قانون را قبول کرده است. بسیار خوب. شما درباره نوالنی و اون مبارزه ضد فساد که گفته شده است صحبت کردین. در این باره یک نفر به نام ابو محمد خراسانی درباره مثلا گفته است که حکومت آینده که مثلا از طرف مخالفین یا دموکراتیکی در آینده ساخته می شود، چی سبکی ها با صاحبکاران می تواند بدهد؟ انداز سبک می شود یا از طرف حکومت کمک های کرده می شود؟ یعنی در عموم شما در این باره صحبت کردید، می شود امین یک چیزی سفته آسان در همین باره برنامه تان بگیرید؟ من حتما یک صحبت سخنرانی مفصلی درباره نگاه ها یا دیدگاه های ما در بخش صاحبکاری در آینده خواهم داشت، اما حالا به شکل عمومی این چند نکته رو میگم. اول اینکه اون وضعیتی که امروز در تاجیکستان است از لحاظ فشار بالای صاحبکاران یکی از بدترین در جهان است. بدترین در جهان. من این را با فکت و رقم اگر در اون صحبت بعد اثبات خواهم کرد. دوم، حکومت تاجیکستان سیاست را پاش گرفته است که سیاست اقتصادی مالیوی نیست، بلکه سیاست مالیوی اقتصادی است. من این را میخوام دقت کنید صاحبکاران محترم. وقتی که یک اصطلاح اقتصادی مالیوی می آید، اول کلمه اقتصاد است یا مالیه. در یک سیاست درست باید که اقتصادی مالیوی باشد. زیربنای اقتصاد باید قوی باشد که بعد مالیه یعنی پول به بودجه وارد شود. اما حکومت تاجیکستان مالیه را اول، پول جمع کنی را در مد اول قرار میدهد، اقتصاد را، زیربنا را در حالت دیوم، در درجه دیوم قرار میدهد که اون ضعیف می شود، ورشکسته می شود، از بین می رود، به این اهمیت نمیدهد. برایش از صاحبکاران، از مردم بیشتر در همین روز، در همین ساعت بیشتر پول جمع کنند. برای همین است که بعضا کمیته انداز می رود با صاحبکاران میگوید که شما اندازی ماهای آینده را هم بسپارید. او فکر نمیکند که اون پول را که صاحبکار از ماهای آینده میگیرد برای بودجه را پر کردن به انداز میسپارد، اون را باید به تجارت باید صرف میکرد، به زیربنا اقتصادیش برای رشد صاحبکاریش خرج میکرد که بعد مثلا چند ماه بعد انداز رو در وقت خودش میسپارید. و این است که این سیاست غلط است که حکومت این شب و روز میخواد هرچی بیشتر پول جمع کند و فراموش میکند که شما اگر برای مثال یک مثال ساده میزنم، شما 5 کارخانه دارید
از این 5 کارخانه مثلا 50% انداز میبنده، مثلا چند میشود؟ مثلا 50 سومانی اگر انداز بنده 5 کره 50 میشه 250 سومانی از 5 کارخانه شما انداز گرفتید. اما اگر شما 5 کارخانه نیو 20 کارخانه دارید، یعنی شرایط رو طرز کردید که در تاجیکستان 20 کارخانه با وجود آمد. از این 20 کارخانه 50 سومانی نیو مثلا 10 سومانی جمع میکنید یا که 20 سومانی جمع میکنید. از این 20 کارخانه 20 سومانی جمع میکنید، چند سومان میشود؟ 400 سومان. در حالت اول شما 250 سومان جمع کردید، ولی 50 سومانی از 5 کارخانه. در حالت دوم شما از 20 کارخانه 20 سومانی یعنی کمتر جمع آوری کرده، ولی در مجموع شد 400 سومانی. بودجه دولت یعنی مناسبت دولت، سیاست حکومت با صاحبکاران باید این گونه باشد. باید برای سطح انداز را پایین کند که کارخانه های بیشتر با وجود بیارد. یک شهروند منفعت دار باشد، تشویق شود که برد کارخانه بزند، تجارت کند، استحصال داشته باشد و اندازی پس بسپارد، مثلا 20% بسپارد. اما امروز یک صاحبکار تاجیک نزدیک 70% در مجموع درآمد سالانه‌اش رو به حکومت میسپارد در شکل اندازهای گوناگون، پرداخت‌های گوناگون. حالا از سنیتر شروع کرده تا برق و پژرنیک و انداز گمرک و انداز اضافگی و اینها 70%. خب این 70% رو از همگی 10 کارخانه جمع میکنه. برای مثال میگم، در صورتی که حکومت امکانیت داشت که از 10 نه از 100 کارخانه جمع کند، 70% نه 20%، 30%. حکومت ملی، پیمان ملی تاجیکستان یا هر کسی که اگر حکومت ملی باشد بیاد، باید سیاست اقتصادی مالیوی داشته باشد. زیربنای اقتصاد را اساس قرار بدهد، صاحبکاران، کارخانه ها، شرکت ها بیشتر بشوند، تجارت در گردش باشد، سطح انداز را پایین برد و در مجموع اندازی که جمع آوری میشه چند برابر بیشتر از اون اندازه خواهد شد که امروز در تاجیکستان است، اما بدون کدام فشار بالای صاحبکاران. من این را حالا ساده کرده گفتم با یک کلمه های مردمی که مردم بفهمند، اما جنبه علمیش رو کمتر بردم برای آنکه امروز با مردم صحبت کرده شدیم. اما در یک صحبت تخصصی حتما درباره سیاست‌های پیمان ملی تاجیکستان در بخش صاحبکاری و اقتصادیات انشاءالله صحبت خواهم کرد. در همون حکومتی که در آینده میگوییم یا حکومت ملی که میگوییم، اگر آیا می شود مثل حالا یعنی بعضی شرکت ها از پرداخت انداز آزاد شوند، حالا که در تاجیکستان همین چیزا هست، در آینده هم این امکان دارد؟ یعنی یک حالت استثنایی نسبتی پرداختی انداز در برابر مثلا از بعضی شرکت ها اونها را آزاد کرد، آیا چنین می شود؟ اگر حالا آشکارتر بگیم سوال شما این باشد که حالا شرکت های خانواده رحمانوف یا نزدیک به خانواده رحمانوف از انداز 10 ساله ها باز آزاد؟ نه، این کار به هیچ وجه نه، چون این جنایت است. چگونه شما از یک شرکت میلیاردر انداز نمیگیرید او رو آزاد میکنید از تماجنی، از انداز، از همه گونه پرداخت‌ها، بعد از یک دهقان، از یک بازارنشین، از یک پیرزنی که سیمشکه میفروشد یا سیبش رو میفروشد یا نمیدونم در یک جواری پخته است میفروشد، از این انداز میگیرید. این جنایت است، این یک سیاست بسیار غلط است و اصلا هیچ کس در یک اقتصاد سالم هیچ کس از پرداخت انداز نباید آزاد باشه. در یگان گوشه دنیا نیست، مگر اینکه در حالتایی که یک صاحبکار اکنون تازه کارش رو شروع میکنه، در یک سال اول به او امتیاز میدهند که مثلا از چندین پرداخت‌ها آزاد است و این برای آن داده میشود که تجارت این استحصالاتش رشد کند، بعد انداز را به شکل کامل بسپارد. اما اینکه خانواده یک پرزیدنت، مثال شرکت داماد پرزیدنت یا کسی دیگر از اندازها آزاد باشد، این جنایت است. من این حرف رو در پارلمان گفته بودم وقتی که اون شرکت خانواده رحمانوف رو برای ساختن مهمانخانه اسماعیل سامانی از انداز
آزاد میکردن. من گفتم که این کارخانه 5 سال است که از انداز آزاد است ولی هنوز هم نمیسازد. این رو تبدیل کرده است به یک مثلا مواد ساختمان را بدون پرداخت گمرک به بازار داخل میکند، انداز نمیسپارد، در بازار میفروشد، درآمد زیاد میگیرد، بیشتر از یک تاجری که مثلا مواد ساختمانی را با نرخ بازار داخل میکند و اون درآمد کمتر میگیرد. این شرکت اسماعیل سامانی که نزدیک پرزیدنت است با این امتیازات محصولات ساختمانی وارد میکند، به جای آنکه مهمانخانه را بسازد در بازار میفروشد، هر سال تکرار میشه. رئیس پارلمان شکرجان ظهور وعده داد که شما گفت که من اگه مخالفت نکن این آخران سال است، بعد از این دیگر من وعده میدیم که دیگر این تکرار نمیشه. ولی من مخالفت کردم، رأی ندادم. اما تا امروزم من 10 سال میگذرد یا 6 سال میگذرد، باز همون شرکت خانواده رحمانوف برای ساختن همون مهمانخانه از انداز آزاد است. نه اون مهمانخانه ساخته میشود و نه این شرکت از این پرداخت‌های گمرکی و انداز از این امتیازات محروم میشود. حالا دو سوال درباره بابای دانه هم آمده است. یک نفر به نام آیت الله گلیایف گفته است که سوال من چنین است، حتما سوال را دهید. اگر برنامه اتم ساخته نیست، گفته است محمدین کبیری، میدونستید که از اعضایان تشکیلات خیر دیگر همون تروریستی پول گرفتن جنایت است؟ چرا دیده و دانسته به یک موی سفید 87 ساله پول روی کردن تا به خانواده اعضایان همون تتنی میگویند اونها تتنی و داخل زندان تقسیم کند؟ چرا مستقیما به خانواده آنها یا به خانواده خودش، یعنی به خانواده خود بابای یا به خانواده زندانیا یا یزنه و جیانهایش روان نکرد؟ به خانواده یعنی به شما چرا به اونا روی نکردین و به بابای دانه روی کردین؟ اگر نیت شما خیر بود، بلکه به شخصی که یگان فرزند ندارد از گریبان شما گیرد به نام او روی کنید. یعنی مثلا چرا شما مثلا به خیش نزدیکان خود نفرستید، به اون فرستید تا اینکه اون به زندانیان سیاسی کمک؟ بسیار سوال خوب داده است این برادر و انشالله باور حاصل خواهد کرد که این برنامه ساخته نیست و سوالش به ما داده شد. برادر عزیزم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ کس در داخل کشور مبلغ نفرستاده است و نخواهد فرستاد. اگر یگان نفر از خارج کشور با کسی در داخل کشور مبلغ بفرستد، این مبلغ‌های خصوصی است، این مبلغ شخصی است. حزب نهضت در اینجا پول ندارد، کارخانه ندارد که اگر پول هم جمع کند از اعضاش برای کارهای حزبی خودش در همینجا جمع میکند، نه اینکه به داخل کشور بفرستد. به داخل کشور به دو علت نمیفرستیم. یکی اینکه ضرورت ندارد که از نام حزب بفرستیم، دومیش که اگر ما بفرستیم خودتون حالا هم گفتید که همون آدمایی را که برای اون مبلغ میفرستیم در مشکلی گرفتار خواهد شد. از روی قانون‌های عمل کننده امروزه تاجیکستان این امکان ندارد. اکنون بیایید به قضیه بابای دانه. بابای دانه را اگر هر کسی از بیرون مبلغ فرستاده باشد که تو به فلان خانواده زندانی برسان، این مبلغ شخصی خودش است. 10 نفر شاید 100 نفری هستند در اروپا که مبلغشان را مستقیما به خود خانواده‌های زندانی به خش تبار خود میفرستند و آنکه بابای دانه یا کسی دیگر را در این بین میانه رو قرار بدن. برای چی؟ برای اینکه دسترسی دارند. اما هستند کسانی که اونها نه صورت حساب دارند، نه امکانیت دارند، نه یک کسی هست که با اونها این کار کرده بتواند. وقتی که از او سوال میکنن، برای مثال حالا من شخصا اگر خودم بخواهم که وقتی کلین‌هایم در داخل کشور بود و حکومت به آنها پول نمیداد، شما نمیداده، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی و هیچ پول نداشتن، اونا باید از گرسنگی میمردن، هیچ کار ندارد، با طفل خود چیکار کند؟ من از اینجا وظیفه شهروندی انسانی پدری هم است که شما میخواهید نمیخواهید، رحمانوف میخواهد نمیخواهد، من با اون باید مبلغ بفرستم. این مبلغ رو چیکار میکردم؟ با اون میگفتم که خدا کلین دختر فرزند یک آدمی معتمد باوری نکرد کی هست که من با او بفرستم، او در روسیه هست، در تاجیکستان هست، در کجای هست، این مبلغ رو با خودت از دست سیوم است، پنجم است، یکم است بفرستم. اون طرف معین میکند که ما مبلغ رو یا من یا محمود جان یا هر کسی دیگر با کی بفرستیم. ما مبلغ رو به همون میفرستیم.
هر کسی را که با بابای دانه یا به هر کسی که با بابای دانه پول فرستاده است، به خاطر آن است که اون طرف به بابای دانه باوری داشت، اعتماد داشت که بابای دانه یک آدم خیرخواهی سالم هست، آدمی هست که 20 سال 30 سال شد به مردم کمبیزاعت کمک میکند، آدمی امین هست، امانت نگهدار است. بابای دانه وقتی که در ناحیه رودکی سیل زده شد، در پهلوی ما یک جای بودیم، برای اون مردم سیل زده ناحیه رودکی از خانه های مردم لباس جمع میکرد، پول جمع میکرد، خوراک جمع میکرد، میبرد میداد. بابای دانه برای مردم سیل زده کلاب مبلغ جمع کردگی است. بابای دانه همچون یک انسان امین و خیرخواه که معروف است، دو طرف پول فرستنده و پول گیرنده با او باور دارن و پول را از طریق او میفرستند. شما طرفداران حکومت، خود حکومت رحمانوف، بیاید امروز یک مکانیزمی را جاری کنید، اعلان کنید رسما در آریا بانک برای خانواده های زندانی های سیاسی، برای کسانی که محتاج هستند صورت حساب باز کنید به طور شفاف و رسمی آشکار. ما مبلغ را خش و تبار که این حق ما هست، یگان قانون یگان معیار معین نکرده است، معنی نکرده است که یک نفر در خارج بوده چه شما رو تروریست اعلام کرده چی نکرده بعد داخل به خش و تبارش مبلغ بفرستد. این را از قانون در ضد اون تروریسم جدا کنید. قانون در باره مبارزه با تروریسم در حالت را میگوید که مبلغ فرستاده شود به یگان حزب سیاسی، به یگان گروه تروریستی که در یک عملیات تروریستی استفاده شود. شما یگان دلیل بیارید که بابای دانه این مبلغایی که خش و تبار زندانی ها روان کردن یک جا را ترک کن، یک کس کشت، یک کار دیگر کرد، این میبرد به همون خانواده زندانی ها میرسان. اگر این به شما معقول نیست و از نگاه شما، از منطق شما و حکومت شما غیر قانونی است، من پیشنهاد میکنم شما یک مکانیزم قانونی را به وجود بیارید، اعلان کنید. اگر ما با آن عمل نکردیم بعد بیاید ما را متهم کنید که این ما راه قانونی را باز کردیم، این امکانیت هست خش و تبار شما از این بیاد از این مبلغ‌های شما را دریافت کنند به کم و کاست. اگر شما این کار را کردید از همون روز همه ما مهاجرین به خش و تبارمون از طریق بانک‌های رسمی مبلغ میفرستیم، اونها بیان نترسیده این مبلغ‌ها را بگیرن. خانم سیف الله زاده شب و روز حالا با هر راه فرستادیم، خب خدا قبول کند دیگر نه برای ریا و نمیند. امروز هر روز شب و روز زنگ میزند به هر طرف که به من کمک کنید، شوهرم در زندان، کسل دل است، خودم نان خوردن ندارم. برادر آیت الله، من به خانم سیف الله زاده چگونه کمک کنم؟ میشود من به خودت مبلغ رو بفرستم؟ حالا میخوام به همون کمک کنم که در چارچوب قانون تو بری به خانم سیف الله زاده برسانی تا اینکه خانم سیف الله زاده به سیف الله زاده بیمار داروی دل بخرد که اون از بیماری خدای نکرده اگه اون چی نشود. اگر شما حکومت سالم هستید، مکانیزم های سالم را در کشور به وجود آورده، نیاز به بابای دانه نمیموند، نیاز به یگان پسر داملا زبیدالله نمیموند و خودتان یک فضای بسته را به وجود آوردگید که دیگر یک انسان نمیتواند قرض پدری، فرزندی، خش و تباری خود را اجرا کند. مگر شما میخواهید که خش و تبار زندانیان سیاسی در تاجیکستان بمیرند از گرسنگی؟ اونا شما کار ندهید، با آنها نفقه ندهید، با آنها استیپندیا ندهید، جای کار ندارن، اونا چیکار کنن؟ شما یک کنسلاگر ساخته اید، حال زندانیان که در داخل زندان، شما برای بازماندهی آنها یک کنسلاگر ساخته اید، اینها باید در همون حالت قرار بگیرد، هیچ کس با اینها کمک نکند، رفت آمد نکند، زنگ تلفنی نزند. شما میدونید که اصلا برادری بزرگ من سفر علی 5 سال است 6 سال است با من در خارج تلفنی صحبت نمیکنند از ترس شما. من با او پول فرستاده نمیتونم از ترس شما. اون باید چیکار کند؟ خب خودت برم این سوال رو با رحمانوف بده، با یتیموف بده، با رمضان رحیم‌زاده بده، شما چیکار کرده ایستادید که این مردم بمیرن از گرسنگی؟ این مردم چیکار کنن؟ باید پول نگیرن از خارج. ما این کار رو خواهیم کرد، این کار قانونی است، این کار در چارچوب تمام معیارهای بین‌المللی است و شما جنایت کردید که یک مسافر پیر را به خاطر کمک‌های انسانی برده زندانی کردید و این روز دلیل می‌کنید که نهضت اسلامی او را سوء استفاده برد، با اون باید پول نمی‌فرستاد. نهضت به هیچ کس
پول نفرستاده است و پول نخواهد فرستاد. ما پول هم نداریم که باز به یک کس میفرستیم. اما من وظیفه انسانی خودم میدونم که به خویش و تبارم، به دوستانم، به هر کسی که از من امید دارد با او کمک کنم و این حق انسانی من است و او هم اگر که میخواهد با من کند باید با من کمک کند. این کمک به تروریسم نیست. شما غلط فهمیدید برادر عزیز. امیدوارم که جواب من اگرچه طولانی بود و این سوال شما موافق بود و جواب پیدا کردید. اگر با سوال دارید سوالاتون مطرح کنید، انشاءالله جواب خواهم گفت. در همین موضوع یک نفر به نام مختارزاده عمرجان از سوال درخواست میخواستیم یک فوند خیریوی شده شود و به اعضایان فعال ولی نادار و بیمار یعنی حزب نهضت کمک رسانیده شود. التماس دعا. یعنی قصدش همون 40,000 اعضا هست، در مابینشون نادار و اینا هستن، وضعیتشون بعضیش شاید خوب نباشد، کمک کرد. من تشکر میگم به این برادران که آمادگی را دارن. اصلا تا امروز باید بگم بله دشوار است به زندانی ها، به خویش و تبار آنها، به دوستان و پیوندانمان پول فرستادن. کم بود، اون حق فرزندی و برادری را خوب ادا کردن نتوانستیم. اما الحمدلله که تا امروز شما برادران عزیز کمک کردید، مردم جمع بودند و تا اون جایی که امکان داشت به خویش و تبار زندانی ها، به نیازمندان کمک ها رسیدند. در آینده هم خواهد رسید. این را ما هیچ وقت متوقف نخواهیم کرد. چی حکومت بخواهد، چی اون حالا مخالفین یا اون پروپاگاندیستای آنها در اروپا اگر بخواهند پیش روی این کار ما را بگیرند، بگویند که نهضت استفاده برد، سوء استفاده برد، این کار متوقف نخواهد شد. اما همونطوری که من پیشنهاد کردم، حالا توپ در طرف حکومت است. ما اینا پیشنهاد خود را کردیم که خود حکومت اگر واقعا هم وجدان دارد، انسان دارد و مسئولیتش این است که اون خانواده‌های زندانی باید یک زندگانی سربلند و با کرامت داشته باشند، یا اعلام کند که از این روز به بعد ما رحمان و رستم امام علی یا هر کسی دیگر هر خانواده زندانی سیاسی را این مقدار مبلغ حداقل میدهیم که دیگر نیاز به یگان کمک خارجی نیست، نیاز به کمک کبیری و پیمان و نهضت و مهاجری نداریم. همون روز شما اعلان کردید، از همون روز به بعد ما مطمئن شدیم که دیگر نیاز نیست، ما نمیفرستیم. میگم حکومت مسئولیت خودش رو، این مسئولیت حکومت است. باز تکرار میکنم این برای مینت شما حق ندارید کسی رو مینت بار کنید که من با شما پول میدم. این وظیفه جان و جان حکومت طبق کنیسوتی است. در کنیسوتی جمهوری تاجیکستان آماده است که تاجیکستان دولت اجتماعی است و دنیوی حقوق محور هست. پس یک انسان باید در اونجا ماده دیگر هست که حیات، آزادی و زندگی انسان باید که شرف دارد، صاحب شرافت باشد. وظیفه دولت است که این زندگی با شرافتانه را حمایت کند. پس یک معاش حداقل، یک استیپندیای حداقل را باید شما تأمین کنید به همه شهروندان، ناوابسته از آن که او اعضای کدام حزب است، طرفدار کدام حزب است، پدر، مادر یا فرزند کدام زندانی هست یا غیر زندانی. در کنستیتوسیون در قانون آمده است که حکومت باید که به خانواده زندانی ها کمک نکند. به همه باید شما کمک کنید. اگر شما این کار را کردید ما دیگر از بیرون پول نمیفرستیم. اگر نمیتوانید کرده مردانوار اعتراف کنید که ما این کار را کرده نمیتوانیم، یا اینکه قانون هم طلب کرده باشد ما شما را خانواده دشمن خلق میدانیم این کار را نمیکنیم. در این صورت یک مکانیزم شفاف رو باید پیدا کنید که ما خودمون این خانواده ها را کمک کنیم، ما آنها را در میانه راه نخواهیم و نمیپرتویم. اگر این کار هم کردنی نیستید پس ما در خارج باید برادرانی که هستید حرف ما را میشنوید باید مکانیزم های قانونی را پیدا کنیم. کارمون تا امروز قانونی بود ولی حکومت دیدید که مشکلی ایجاد میکند و این شهروندان را برخلاف همه معیارهای قانونی زندانی کرده است. ما باید یک فاندهای آشکار شفاف را راه اندازی کنیم، در آنجا مبلغ ها جمع آوری شوند و مکانیزم آشکاری رساندن این پول ها را به همه خانواده ها خیلی شفاف و آشکار باید که فکر کنیم، راه اندازی کنیم. چند از برادران این کار را شروع کرده استادن و حالا شاید که یک فاندهای دیگر هم روی کار می آید. انشاءالله که راه اندازی شد ما خودمان خواهیم گفت که
با کدام فاند با کدام صورت حساب شما میتونید این مبلغ ها رو وارد کنید تا اینکه خانواده های زندانی بدون کدام مشکلی خیلی هم شفاف آشکار این مبلغ ها رو دریافت کنند و این گزارش ها در اینترنت آشکار به مردم هم اعلان خواهد شد. وقتی که شما در تاجیکستان بودید همه میدونن قریب معروف بود که شما سفرهای زیاد داشتین به کشورهای خارج و در کنفرانس های بین المللی شرکت میکردید، اما حالا چی؟ ما مثلا در عموم مردم کمتر درباره این فعالیت های شما دارن. آیا واقعا این روزها در چنین برنامه ها و کنفرانس های بین المللی شرکت میکنید یا نه؟ خب حالا که دیگه کرونا ویروس هست، یک سال است که هیچ کس سفر نمیکند به هیچ کجا. من آخران سفرم ماه فوریه 2020 بود که یک سال پیش دقیقاً که اصلا همین کرونا ویروس شروع شد و منم در سفر خارجی بودم، خارج یعنی از اروپا بیرون در کشورهای آسیایی، و در همونجا دیگر کرونا ویروس شروع شد و برگشتم به اروپا و حالا در داخل همین اروپا دیگه سفر میکنیم و اصلا میدان فعالیتی ما بیشتر دیگه همین اروپا هست، اینترنت هست. حالا خدا رو شکر که اینترنت هست، دیگه اکثر کنفرانس های بین المللی که قبلا من حضوری شرکت میکردم حالا از طریق زوم و اسکایپ یا که وب مکس انجام می شود. برای مثال من سخنرانی در دانشگاه واشنگتن داشتم، دیگر ضرورت ندارد که من پرواز کنم 9-10 ساعت پرواز کنم برای آمریکا، هم کرونا ویروس هست هم خراجات دارد و سخنرانی خودم را در حضور 150-200 نفر کارشناس یا دیپلمات خارجی انجام دادم. برای همین من هفته نیست که یک سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی نداشته باشم. در مثلا با زبان عربی هفته گذشته ترکا بود، ماه گذشته با عراقی ها داشتم در حضور مثلا تقریبا 1400 نفر در اون برنامه سخنرانی شرکت داشتم. یعنی اگرچه ظاهرا ما دیگر رسانه‌ای نمیکنیم که در کجا چه سخنرانی داریم و چه ملاقات ها هست، اما مطمئن باشد که بدون اعلان کردن الحمدلله که کارها خیلی خوب پیش رفته ایستاده است، ملاقات ها و صحبت های زیادی هست و همین هست، همین سفرها و ملاقات ها و نشست ها هست که فعالیت اپوزیسیون روز به روز قوی‌تر شده ایستاده است، روز به روز وسیع‌تر شده ایستاده است. و شما مثلا یک سال پیش وقتی که مردم گفتن که کی تلویزیون رو اپوزیسیون راه اندازی میکنه در ماهواره، الحمدلله که تلویزیون هم راه اندازی شد. این بدون همکاری و بدون سفر و ملاقات و کاری پسی پردگی نمی شود. شما حالا هر کسی درباره اپوزیسیون تاجیک چیزی میخواهد گفتن بگیرد، اما یک اپوزیسیون که امروز بتواند باز هم قامتش را راست کند و در ماهواره راه یابد، این کاری آسان نیست و ارزان هم نیست، ولی الحمدلله که این کار انجام شد و رحمانوف هم بیهوده پول خرج نمیکند که این ماهواره را بزند و پرازیت بفرستد و ویروس را اون کند. ولی از حسابی که این ماهواره فعال است، از حساب مردم، از حساب کی میشه؟ حالا اگر یکون گرانت گرفته توانیم و پیشنهاد کنیم حتما این رو اعلان خواهیم کرد، اما تا امروز مردم، همون مردم مهاجر، مردمی که تا امروز کمک کرد و پشتیبانی کرد، بازم مردم پشتیبانی ما هست، در آینده هم خواهد بود و انشالله باز در آینده بیشتر با مردم مراجعت خواهیم کرد. مطمئن باشد که این برادران شما که در صحنه هستند فعالیت کرده ایستادن، اینا مبارزه را رها نخواهند کرد و ما قدم به قدم پیشتر خواهیم رفت و این همش نتیجه همون سفر و ملاقات و همکاری با مردم با دایره های گوناگون هست. بسیار خوب. جمشید یاروف سوال داده است که فعالیت میدیا مارکر رو چگونه بها میدهید؟ در میدیا مارکر هدفهایش همین تشویقات، ایجاد یک آزادی، فضای آزادی بیان، به ارزش سازی پروپاگاندا، راهنمایی و روزنامه‌نگاری با مسئولیت، زدودن سانسور و خودسانسوری و این است. یعنی شما همین فعالیت میدیا مارکر چقدر بها میدید؟ این سوال از برادر جمشید یاروف. برادر جمشید از روز اولی که نه تنها این سازمان بلکه دیگر رسانه ها و پروژه‌های کار آمدن، ما همیشه با خرسندی و خوشحالی و با یک امید اینها را قبول کردیم و بها دادیم و هنوز هم امید داریم که در اون چارچوب هدفهای اعلان شدهشون کار خواهند کرد.
اما بعدا آیسته آیسته یک کمی توجه کمتر شد. چرا؟ برای آنکه حالا حداقل نظر ما این است، شاید که این طور نباشد، از اون هدفهای اعلان کرده که مثلا به ارزش کردن پروپاگاندا، حالا چه پروپاگاندا حکومتی است چه اپوزیسیونی است، بر ضد این مبارزه بردن، این یک هدف خوب است، اما احساس می شود که یک کمی آمیختگی با وجود آمده ایستاده است. اونا از اون که به ارزش کردن پروپاگاندا را هدف قرار بدهند، همونطوری که اعلام میکنن خودشون در صحبت‌های یا خصوصی یا حتی در شبکه‌ها می‌نویسند، برای به ارزش کردن طرف‌ها یا گروه‌های فعالیت میکنن و شاید نه همشون، شاید افراد علاهیده. خوب می‌بود که در آینده بین اون موقع‌های شخصی، دیدگاه‌های شخصی خود و دیدگاه‌ها و موقع‌های سازمان‌ها و اون پروژه‌هایی که روی کار آمدن یک مرز با وجود می آوردن، تا اینکه نشود که اون سازمان‌ها و تشکیلات‌ها پروژه‌ها را در خدمت هدف‌ها یا موقع‌های شخصی بگذارن. حالا من بیشتر از این نمیتونم گفته، چون که دیگر اصلا مهم نیست زیادم. چرا؟ برای اینکه وقتی که مشخص می شود که یک رسانه چی حکومتی است چی اپوزیسیونی است، حالا هر چی هدف اعلام کند، اما مقصد اساسیش یک هدف‌های معین است که توسط این پروژه میخواد به آن برسد، دیگر معنی ندارد که اون را بها داد یا اون را بسیار دنبال آن گشت. من خیلی میخواستم که وقتی یک پروژه سیاسی هست، برای مثال ما پروژه سیاسی هستیم، موقعمون آشکار است، شفاف است، این مبارزه آشکار زیر دیکتاتور و حکومت امروزه تاجیکستان، نه همه حکومت همچون شخصیت ها، بلکه رحمانوف و اون سیاست هایی که دارد و این رو پنهان نمیکنه و تمام فعالیت هایمان به همین روانه شده است و هیچ کس نمیتواند ما را متهم به آن کند که شما برای مثال فعالیتاتون سیاسی هست و حالا مثلا حرفای دیگر میزنید. نه، ما فعالیتمون در چارچوب اهداف اعلان کردهمون هست. اما وقتی یک نفر، یک طرف، یک گروه میآیند یک هدف اعلام میکنن، میگن ما سیاسی نیستیم، ما بی‌طرف هستیم، ما مثلا با همه طرف برابر هستیم، اما در عمل، در رفتار بعد میبینید که نه، اینا هم تقریبا مثل یک حزب سیاسی رفتار میکنن، ولی فقط جسارت و جرأت اعلام کردن یا اعتراف کردن سیاسی بودن طرحشون رو ندارن. من فکر میکنم هیچ جای عیب نیست وقتی یک نفر طرح سیاسی دارد، برنامه سیاسی دارد، ضد کبیری هست، ضد پیمان هست، اصلا جای عیب نیست، ولی همین رو باید با صراحت اعلام کند و بیاد که من ضد همین هستم و این تمام فعالیتام با همین روانه شده است. اما وقتی که یک چیز رو اعلام میکنن و میان مثلا در عمل چیزی دیگر میکنن، بعد دقیقاً مصداق همون اتهامات خودشون میشود که نسبت دیگران میکنن، دیگران رو متهم میکنن به بازی کردن و سوء استفاده و اینها، ولی در عمل بعد میان خودشون دقیقاً با رفتارهایشون در همون چارچوب اتهامات خودشون قرار میگیرن که امیدوارم این دوستان در آینده این کارو نکنن. بعد ببینید یک گروه به این نتیجه رسیدن در نزد خودشون که اونا حق دارن که درباره دیگران بگوین، تحلیل کنن، تنقید کنن، نظر بدن، تشخیص کنن، اما هیچ کس درباره آنها گپ نزنه. اگر کسی درباره آنها گپ زد، تحلیل کرد، نظر داد، اونها چون برآشفته میشوند، ناراحت میشوند، هجوم میکنن، شما حق ندارید، شما نباید بگید، شما ما را هجوم کردید، شما ما را تحقیر میکنید، شما گروه هجومی دست جمعی کردید. نه برادر، وقتی که با یک واردی بازی شدی، قاعده بازی باید رعایت شود. گفتی میگویم، من الان که گفتم رحمانوف را میگم، رحمانوف میگم، یک برادر دیگر و یک دوست دیگر رو بگم، اونا میگم، اما وقتی که گفته دیگر آماده باشید که میگوین مردم هم. دیگر این نیست که تنها شما بگید و شما را نگوین، تنها شما تحلیل کنید و شما را تحلیل نکنید. بالاخره دیگران هم دو چشم دارن و میبینن، دو گوش دارن میشنون. همین دیگر نظری من درباره این سوالی برادرم جمشید. یک نفر به نام بهروز غالبزاد گفته است برادر کبیری، چرا نام حزب نهضت را عوض کردن نمیخواهید؟ فقط بهانه نگویید که اعضای اساسی حزب در زندانند. نام این حزب چهره سیاسی شما را تیره میکند. امروز عالم دموکرات را میخواهد. حزب‌های دینی، ملت پرست و کمونیستی دیگر قابل قبول نیستند. دوستی عزیزم، من یک بهانه ندارم. من حتی
اون برادرانی که در زندان هستند و به همین نام زندانی شدند و این رو زیاد بهانه نمیدونم، اگرچه از لحاظ اخلاقی خیلی خوب می بود که اونها هم در این تصمیم شرکت میکردن که آیا ما نام حزب رو تغییر بدیم یا نه. اما من مطمئنم الان هر تصمیمی که ما در بیرون بگیریم برادران زندانی ما اون رو خواهند پذیرفت، برای آنکه دیگر اونا در شرایطی نیستن که بیاین مثلا در تصمیم ها نظری پوره داده توانند، چون که معلومات ندارن، وضعیت رو درست شاید که تحلیل کردن نمیتونن. اما چون اعتماد دارن به ما، با برادرانی که در خارج هست یا خواهرانی که در خارج هست، حتما نظر اینها رو خواهند پذیرفت. اما چرا من خودم شخصا یک زمان در داخل تاجیکستان طرفدار تغییر نام حزب بودم و گرفتن برچسب اسلامی از نام حزب و این را پنهان نمی کردم. بارها در داخل حزب مطرح کردم، در زمان خود رحمتی استاد نوری، بعد که خودم مسئولیت حزب را به دوش گرفتم اکثریت ریاست حزب راضی نبود و همین از دموکراسی نهضت اسلامی تاجیکستان، کسانی که میخواهند در نهضت مردم سالاری و دموکراسی جستجو کنند، رهبر نهضت طرفدار تغییر نام حزب بود، اما رأی رهبر نهضت نگذاشت، اکثریت ضد بودند و نظر شخصی من در اونجا قبول نبود. امروز من مخالفی تغییر نام حزب هستم و دلیل دارم برای این. اگرچه اکثریتی، نگویم اکثریت قاطع، اکثریت کسانی که در داخل ضد تغییر نام بودن امروز در خارج بعد که فشارها را دیدن و فهمیدن که مقصد ما در داخل چی بوده است، نه اینکه خدای نکرده از اسلام دور شویم یا از نام اسلام خوشمون نمی آید یا نه، فقط به خاطر آن بود که امروز در جهان امروزه با نام دینی و چی اسلامی است چی مسیحی چی یا یک ایدئولوژی فعالیت کردن دیگه اصلا امکان ندارد و ضرورت هم ندارد و خود اسلام همین دیگر طلب نمیکنه. اما الان چرا من برای این مخالف هستم؟ الان برای آنکه ما را با همین نام دیگر بیرونی در کردن، بچه‌ها زندانی شدن برادران و در خارج ما دیگر قبول شده ایم و حالا ما دیگر چی نام حزب رو تغییر بدیم چی ندیم در اروپا همچون حزب سیاسی فعالیت نمیکنیم دیگر. ما مگر در اروپا در انتخابات شرکت میکنیم که حالا بیایم مثلا بگیم که ما نام حزب رو تغییر داده در انتخابات پارلمانی آلمان یا لهستان یا استریا شرکت میکنیم و مردم به خاطر نام اسلامی به ما رای نمیدن. نه، این نام اسلامی بودن یا نبودن به مردم تاجیک برای انتخابات در داخل تاجیکستان ربط دارد، نه در اروپا. وقتی که ما برگشتیم به تاجیکستان و اونجا در انتخابات ها شرکت میکنیم، اونجا تصمیم خواهیم گرفت که در اولین انتخابات مردمی و شفاف پارلمانی با نام همین حزب شرکت میکنیم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یا نام حزب رو تغییر میدیم یا به یک شکل دیگر تصمیم رو در اونجا خواهیم گرفت. الان اگر ما تغییر بدیم ندیم، مثلا برای مردم نان میدید همین یا نان مردم رو کم میدید کنند، یا اگر ما تغییر دادیم برق مردم زیاد میشود، یا ما تغییر دادیم نمیدونم یگان فایده و ضرر دارد. چی ضرورت دارد که ما نام رو تغییر بدیم با یک عده از برادران خواهران در داخل بحث کنن، ما با جای آنکه نیرو رو، این ذهن رو، این وقت ما رو خرج یا صرف مبارزه با دیکتاتور کنیم در داخل تاجیکستان، حالا بیایم با یک بحث دیگر رو آغاز کنیم که در اینجا نام حزب رو تغییر بدیم ندیم. این با کی در کار است دیگر؟ الان برای همین من به این اعتقاد بودم، هنوزم هستم که با نام‌های ایدئولوژی چه اسلامی باشد چه مسیحی چه کمونیستی چه چیز دیگر در داخل تاجیکستان که هیچ ضرورت نبود و نیست. وقتی که این رو درک کردم، پیشنهاد کردم، نظرم قبول نشد، امروز ضرورتش رو نمیبینم که در اینجا ما این کار در خارج انجام بدهیم. اگر ضرورتش رو میدیدم، حس میکردم، من از اولی کسانی میبودم که باز پیشنهاد میکردم. برای همین من یگان بهانه ندارم، یگان چیز نیست. حالا مبارزه رو در چارچوب پیمان ملی تاجیکستان، مبارزه سیاسی رو ادامه میدهیم. نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از سازمان‌های مؤسس هست. وقتی که به وطن برگشتیم درباره آغاز فعالیت با کدام نام ما انشاءالله در داخل کشور تصمیم خواهیم گرفت. برای همین دیگر این بحث‌ها رو باید کنار بگذاریم. حالا اون سازمانی که همه ما رو جمع کرده ایستاده است و مبارزه سیاسی رو پیش برده ایستادیم و نهضت اسلامی تاجیکستان هم با تمام قوا و امکانات در پهلوی
برادران دیگر از انجمن آزاداندیشان، انجمن مهاجرین آسیای مرکزی و حرکت اصلاحات اقتصادی همراه هستیم. در زیر چتر پیمان ملی با این نام مبارزه برده ایستادیم. وطن که رفتیم باز تصمیم میگیریم خدا خواهد. شما چند پیش در اول صحبت گفتید که وضعیت تاجیکستان شبیه یعنی نزدیک است به اون وضعیت لیبیا پیش از قذافی. ولی حالا یک از دیگر جنبه اگر به همین وضعیت نگاه کنیم، در خود تاجیکستان بسیاری از ژورنالیستان دوستانی که داریم شاید از اون میکنن که واقعا دیگر اطلاعات در داخل تاجیکستان به شدت محدود شده است. دیگر برای ژورنالیست ها و اینها دریافت اطلاع یک مثل قحطی به شکل عجیب شدگی است که یعنی دیگر همین واقعا محدودیت خیلی زیاد است. و در برابر این باز نگاه میکنیم که حکومت با این دروغ پراکنی ها، با این یا وضعیتی که حالا مثلا با این فیلم ها و ویدیوها یک فضای مثلا احساساتی، یک فضای نزدیک به تئوری های توطئه و مثلا همین چیزها در تاجیکستان حاکم هست. به نظر شما این که به ملت و جامعه شهروندی با اینها تاثیر دارد، آیا این در این روزها بر ضرر خود حکومت هم تمام نمی شود وقتی که واقعیت ها را نمی گوید، وقتی که از واقعیت ها مثلا چی می شود مردم به آوازه ها اینها باور میکنن، به تئوری های توطئه و اینها باور میکنن؟ آیا به نظرتون این وضعیت بر ضرر خود حکومت که همین کار برای محدود کردن اپوزیسیون کرده است به ضرر خود حکومت تمام نمی شود؟ 100% بر ضرر خود حکومت است. اما اینجا یک حکومتی با عقل یا همون رهبر حکومت باید یک آدم منطقی و با عقل باشد که این ضرر و فایدهش را درک کند. اما وقتی که یک دیکتاتور به یک حالت مریضی میرسد و از همه چی میترسد، پیش از همه برای خودش اول میاد دشمنها را معین میکند که دشمن من کیست یا دشمن من چیست. بعد وقتی که در اون ذهن مریضش دشمن و دوستها را معین کرد و تمام کسایی را که دشمن میداند بر ضد آن مبارزه میبرد. مثلا یک دیکتاتور که از فقط تلاش برای حفظ قدرت است، از میترسد که از سر منصب برود، اول میاد دشمن کی را معین میکند. یکم دشمنش اپوزیسیون است. برای چی؟ برای که اپوزیسیون میخواد قدرت را از دست او بگیرد. این نفر یا حزبی که میخواد قدرت را از دست من بگیرد، پس این دشمن من است. در یک کشور دموکراتی این دشمن نیست، این عادی است، این حق قانونی هر شهروند و هر حزب است که بیاد پرزیدنت شود. مثلا من اگر شهروند آلمان می بودم یا فرانسه می بودم، میگفتم من میخوام قدرت را از دست ماکرون یا از دست مرکل بگیرم، کسی برای مرا جنایتکار یا خیانتکار نمیگفت. ولی وقتی من در تاجیکستان بگویم که یا حزب من بگه که ما قدرت رو میخوایم از دست رحمان بگیریم، میگن این منصب طلب است، جنایتکار است، خائن است و این برای رحمانوف این دشمن است. این یک. دوم آزادی دشمن است. میگه که مردم که آزاد شد، مردم آزادانه صحبت کرد، این مرا قدرت رو از دست میگیرد، پس آزادی دشمنی من است. میاد آزادی رو محدود میکند. بعد سوم میبیند که اینفورماسیون، گفتی خودتون اطلاعات، دانش، علم دشمن است. چون مردم باسواد شد، مردم اطلاعات را گرفت، مردم اخبار را شنید از طریق اینترنت، از طریق تلویزیون، از طریق مطبوعات آزاد، پس میگه حکومت من ضعیف میشود، اینا قدرت را از دست من میگیرن، با دروغای من باور نمیکنن، پس اینها رو دشمن میحسابد. میاد اینترنت براش دشمن است، اطلاعات براش دشمن است، آزادی بیان براش دشمن است، حزب‌های سیاسی مستقل براش دشمن است، شخصیت‌های مستقل و قوی سیاسی که میتوانند پرزیدنت شوند براش دشمن است و این دشمن‌ها را در ذهنش اول با وجود میارد، بعد شروع میکند به مبارزه و به محدود کردن تمام این دشمن‌های خودش که در ذهنش با وجود آورده است. جواب از این دیگر روشن‌تر و آشکارتر نمیشه. از شما مثلا برای من سوال بدهید که چرا رحمانوف نمیخواد که تاجیکان بای شوند، پولدار شوند؟ اصلا چرا رحمانوف نمیخواد که جوانان تاجیک در داخل کشور جای کار پیدا کنند، روسیه نروند؟ من حتما جوابم این خواهد بود که اگر جوانان تاجیک در داخل کشور بمانند، اینها این ظلم رحمانوف را طاقت نخواهند کرد. رحمانوف میخواد که اینها در خارج باشند، در روسیه، در اروپا کار کنند، پول بفرستند، از همون بیرون هر چقدر که تنقید میکنن کردن گیرن با گفت همون فکرشون
میگن که سگ میلقد و کاروان رفتن میگیرد. یعنی از نگاه اونها همه ما و شما، همه مهاجرین کسانی هستند مثل یک سگ از دور میلقد و کاروان اینها پیش رفته شده است. اما اگر ما و شما مهاجرین این نیروی جوان در داخل کشور باشد، در زوال و در کارخانه کار کند، معاش بگیرد، درآمد داشته باشد، بای شود، اینترنتش قوی باشد، این الکی دانش و تجربهش، علمش بالاتر می رود، این خواسته هاش بیشتر می شود. این میگه من دیگر دیکتاتور را قبول ندارم. دیکتاتور را میدونی که قبول نمیکند؟ یک انسانی سر و بای و انسانی صاحب کرامت، یک انسانی قشاق، یک انسانی بیسواد، یک انسانی که تمام فکر و ذکرش امروز برای آن خرج می شود که همین رو تا بیگاه نان فرزندان رو از کجا پیدا کنم؟ از بازار، از عرابه کشی، از پدول، از یگان حمالی و از کجا پیدا کنم؟ او در فکر رحمانوف نیست، در فکر دزدی رحمانوف نیست، در فکر آزادی و انتخابات آزاد نیست. او در فکر پیدا کردن یک قوت لایموت برای خود و فرزندانش است. رحمان این را میخواهد که ملتش مهاجر باشد، کمبغل باشد، بیسواد باشد و این اداره کردنش آسان است. برای همین شما هر وقتی که از من سوال میتید یا هر کسی سوال کرد که چرا رحمانوف آزادی مطبوعات نمیخواهد، آزادی اینترنت نمیخواهد، مثلا اقتصادی پیشرفته نمیخواهد، فلان نمیخواهد، من میگم رحمانوف میترسد. رحمانوف دشمنی همه چی هست که به او خطر دارد، به شخصیتش خطر دارد. انسانی بای به او خطر دارد، انسانی باسواد خطر دارد، انسانی آزاد خطر دارد و اینا رو دیگر رحمانوف دشمن اعلام کرده است. امیدوارم جوابم کافی بود. بله، خیلی که گفتید مردم بسیار سوال میدادن و بسیار تاکید میکردن که باید مخالفین یک تلویزیونی مستقل داشته باشن و چندین روز پیشتر در همین اول ماه اعلان شد که پیام تیوی کار خود را در محوره رفت و کار خود را شروع کرد. ولی بعد چند روز پیش به این شد که خود مسئولین پیام تیوی گفتند که مورد حمله پارازیت ها بیشتر اونها حکومت رو گفتن که این پارازیت ها رو حکومت از بودجه کشور گرفته در علیه این ماهواره صرف کرد و این پارازیت ها رو فرستاد و در هتبل از کارمان حالا در یوتیسل این در دیگر ماهواره در دیگر چی کار یعنی خود ماهواره فعالیت دارد، فعال است. سوال من این است که آیا فکر کردید که در آینده هم باز همین خیل حادثه ها رخ می‌دهد، حمله ها از طرف حکومت، برای پیشگیری در آینده از چنین پارازیت ها، از حمله پارازیت ها چی چاره‌بینی، چی برنامه دارید؟ 100% من باور دارم که حکومت در آینده هم تلاش خواهد کرد که این ماهواره، تلویزیون ماهواره رو که در کدام سپوتنیک نباشد بزند، در هتبل، در یوتیلسات، در حالا یحصد، در هر کدامش باشد. برای چی؟ برای اینکه حکومت دیکتاتوری ضد آزادی بیان است، ضد اطلاعات است، ضد رسانه ها هست و اصلا میترسد که معلومات درست و صحیح داخل هر خاندان تاجیک باشد. از یک طرف اینترنت رو نرخش رو قیمت کرده است، سرعتش رو پس برده است که مردم یوتیوب تماشا نکنند، فیسبوک نوار نبیند، مثلا کانال های یوتیوبی ما و شما رو نبینند. از طرف دیگر تلویزیون ها رو همه رو محدود کرده است، فقط درباره خودش و درباره اون چیزی که خودش میخواهند صحبت کنند. وقتی یک تلویزیون ماهواره‌ای سپوتنیک پیدا می شود و وارد هر خاندان تاجیک می شود، این برای اون همون دشمنی هست، مثل که پیشتر من گفتم. بنابر همین تلاش خود را خواهد کرد. اما من باور دارم که مردم هم تلاش خود را خواهند کرد. این برادران مبارز که طرح تلویزیون در دستشون هست، اینا کار خود را ادامه خواهند داد. اگر رحمان در یک ماهواره زد با ماهواره دیگر میکوشند، اگر این را زد به یک جای دیگر میروند، به دادگاه‌های بین المللی مراجعت خواهند کرد و امکان ندارد که رحمانوف در نهایت پیروز شود. چرا؟ همیشه آزادی و حقیقت پیروز می شود. بعد چندین امکانات الटरनेटिव्ی دیگر است. حالا مثلا دوستان با فکرم باید در پلتفرم های الटरनेटिव्ی مثل اینترنت های دیگر باید که این برنامه رو پخش کنند، در کانال های یوتیوبی پخش کنند تا اینکه رحمانوف اگر یک در رو بست، یک در دیگر باز شود. و از همه مهمش اگر مردم پشتیبانی خوب کنند، طرفداری خوب کنند و کمک خوب کنند، من مطمئنم که
اپوزیسیا هم میتواند این ماهواره های باز قیمتتر و قویتر رو اجاره بگیرد که دیگر زدن اون برای رحمانوف برای هیچ کس آسان نیست. حالا تقریبا در یک ماهواره های هست که نرخ میانه است، چون بالاخره مردم وقتی که کمک میکنن، حالا کمک مردم به حد نرسیده است که مسئولین تلویزیون بتونن ماهواره های قویتر و یک کمی زدنش دشوارتر رو اجاره بگیرن. اما دوستان عزیز، من اینجا یک نکته رو میخواستم برای شما بگم. وقتی که مردم طلب کرد که ضرورت به تلویزیون هست، اصلا تلویزیون در جهان امروز زیاد مهم نشده است. اینترنت وقتی قوی باشد و ارزان باشد، همه از طریق اینترنت دیگر میتواند برنامه رو تماشا کند. اما در شرایط تاجیکستان تلویزیون بسیار بسیار مهم است، برای آنکه یکم اینترنت سرعتش پست است، دومش که نرخ اینترنت خیلی گران است و مردم عادی نمیتوانند اخبار را تماشا کنند، اخبار مستقل، معلومات های دقیق را تماشا کنند. پس ما در اپوزیسیا به این خلاصه آمدیم در پیمان ملی که اگرچه گران هم باشد، دشوار هم باشد، باید ملت را کمک کنیم. نه اینکه مردم بیاد پولی بسیارتر از کیسهش بدهد. مردم خودش بینم بی پول است برای اینترنت تماشا کردن. بلکه ما باید خودمون پول جمع کنیم، مبلغ جمع کنیم، از پول خودمون و مردم اینترنت رو، تلویزیون رو به هر خاندان بی پول بریم. یعنی ما ماهواره رو اجاره میگیریم و هر شهروند تاجیکستان فقط همون ترلکش رو نستروی کند به اون ماهواره که تلویزیون مردمی هست، پیام تیوی هست، از اونجا بی پول دیگر برنامه ها رو تماشا کند، حقیقت رو بشنود، سوالش رو مطرح کند و این یک کمک مبارزین به مردم تاجیک است که دیگر پول در اینترنت خرج نکنند. رحمانوف رو درک کرد. رحمانوف فهمید که اگر این ماهواره کار کردن بگیرد، دیگر مردم دیگر ضرورت ندارد که بروند اینترنت بخرند و یوتیوب تماشا کنند. از ماهواره بی پول تماشا کردن میگیرند و این از حساب اپوزیسیا است و برای همین زده ایستاده است. ویروس میفرستد، پارازیت میفرستد، از کشورهای دیگر تکنولوژی قوی میارد، از بودجه دولت، از پول خود مردم باز خرج میکند که مردم حقیقت رو نشنوند. یعنی مردم عزیز توجه کنید، شما با رحمانوف انداز میسپرید، پول میدهید، و همین پول شما را که در بودجه هست زید خودتون باز استفاده میکند. یعنی شما را از آزادی بیان، از حقیقت محروم کرده ایستاده است. بنابر همین ما چیکار میکنیم؟ ما از پول مردم نه، از پول شما شهروندان تاجیکستان که در داخل کشور هستید نه، از حساب فرزندان این ملت که در خارج هستند کمک میگیریم، از مهاجرین، از مبارزین، از اپوزیسیا، تا اینکه این تلویزیون در آینده هم ادامه پیدا کند. من از همه برادران خواهش میکنم که وقتی که اون صورتحساب اعلام میشود، با اون همت بلند و اون جوانمردی که تا امروز کرده در مسئله زندانهای سیاسی، در مسئله پشتیبانی از ما، در مسئله پشتیبانی از این تلویزیون خودتون، به خاطر خودتون، به خاطر پدر و مادران خودتون پشتیبانی را ادامه بدید. انشاءالله که این برنامه‌های پیام تیوی در اینترنت، در ماهواره، در همه پلتفرم‌های گوناگون ادامه خواهد کرد. مسئولین پیام تیوی میگویند که یعنی وقتی که ماهواره در یوتلسات بود توجه حکومت بود، ولی وقتی که در هوتبورگ رفت حکومت حمله را شروع کرد و اونها معتقدند که اگر در هوتبورگ این پخش شود، مردم تاجیک که اون هوتبورگ زیاد دارن بیشتر دسترسی پیدا میکنن. آیا امیدوارید که روزی می شود که باز به هوتبورگ برگردید؟ حتما 100%. چون باید وقتی که 3 ماه پیش همچون تست و رژیم در یوتلسات رفت برای سنجیدن ماهواره و کار دوستان، حکومت هیچ واکنش نشان نداد، برای که یوتلسات در داخل تاجیکستان هم بیننده کمتر دارد و این فقط به خاطر همون سنجش موجها بود. وقتی که از ماه ینور اعلان شد و در ماهواره هوتبورگ رفت، همزمان در یوتلسات و هم در هوتبورگ، به خاطر آنکه در هوتبورگ تقریبا همه مردم تاجیکستان که ماهواره دارن، اون ترلکه دارن، اونا هوتبورگ رو میگیرن و اینجا حکومت اومد پارازیت فرستاد و با اون تکنولوژی که دارن این رو زد از ماهواره. اما همزمان در یوتلسات هم هست باز، اما چون یوتلسات بیننده ندارد، حکومت تاجیکستان فکر میکند که حالا
چی ضرورت دارد من پول خرج کنم با دعوا پیش بیارد در یوتیلسات که به اینم بیننده ندارد و برنامه‌های پیام‌تیوی رو عدد کمی مردم تماشا کرده ایستادند. ما در آینده باز تلاش خواهیم کرد که به هاتبیت برگردیم. البته این گفت و شنود رفته ایستاده است و همزمان در یوتیلسات خواهد ماند. مردم باید اینجا آگاه باشن. من حالا یک کمتر منتظر باشن. چرا؟ برای اینکه وقتی که مردم رو بگیم که همه برگردن بیان به یوتیلسات برای تماشا کردن برنامه‌های پیام تیوی، در اینجا باید مردم، اون کسانی که یوتیلسات ندارن، من نمیدونم 50 سومون 100 سومون دیگر باید علاوه خرج کنن که تریلکاشون رو برگردونن به سمت یوتیلسات که ما نمیخواهیم حتی این خراجات 50 یا 100 سومون را مردم تاجیک کنند. میخوایم باز خراجات رو بر دوش خود بگیریم و برگردیم به هاتبیرد و منتظر باشن مردم. اگر که نتوانستیم به هاتبیرد برگشته یا پولمون نرسید یا اینکه دیگر شرایط دیگر شد، در همون یوتیلسات اگر باقی موندیم، در اون صورت به مردم مراجعت میکنیم که تریلکای خود را طرز نصب کنن، هماهنگ کنن، نصب کنن که برنامه‌های یوتیلسات رو تماشا کنن و برنامه پیام تیوی رو ببینن. حالا به نظرم یگان هفته دیگر مردم عزیز منتظر باشن تا اینکه این ما شرایط تکنیکی رو ببینیم. حتما خود مسئولین پیام تیوی این رو اعلان خواهند کرد. اما چرا من این رو اعلان کرده ایستادم و دیگر چی ضرورت دارد که ما خودمون رو از دیگر طرح‌ها و پروژه‌های ملی جدا کنیم که بگیم نه این پیام تیوی یا برنامه‌ها با ما ربط ندارد. پیام تیوی یک رسانه مستقل است، اما چون در خدمت ملت است، وظیفه پیمان ملی و تمام این مبارزان هست که این طرح‌ها را کمک کنند و ما کمک کرده ایستادیم. و هر کسی دیگر هم بیاید امروز در خدمت ملت باشد، فرق ندارد از کدام گروه هست، از کدام سازمان هست، کدام رسانه هست، وظیفه ما این است که اونها را کمک کنند. بنابراین من مردم عزیز را، تمام هواداران پیمان ملی را و همه مبارزین را دعوت میکنم که به خاطر خودتان، به خاطر صدای خودتان، به خاطر آزادی خودتان پیام تیوی را کمک کنید و برنامه‌اش رو پیگیری کنید. حالا که درباره رسانه ها صحبت میکنیم، ما در زمان جهانشوی قرار داریم، جهانی شوی، و دیدیم که ترامپ که پرزیدنتی بزرگترین کشور دنیا و قویترین کشور دنیا بود، هر وقتی که درباره تقلب در انتخابات همون کشور صحبت میکرد، تمام تقریبا که حتی اونی که نزدیک به همون جمهوری خواه بود، اون رسانه های جمهوری خواه، تمام رسانه امریکایی، رسانه های غربی، دیگر رسانه ها بعد ادعای امین ترامپ که این تقلب صورت گرفته است، میگفتند بدون ارائه کردن یگان دلیل برای این ادعایش، یعنی این رو ذکر میکردن. حتی در فیسبوک، حتی در توییتر، در دیگر شبکه‌های اجتماعی، در بعد هر یک صحبتی که درباره تقلبات در انتخابات بود، اونجا یک اشاره میکردن که این خبر چندان درست نیست و ادعای به دلیل است. این واقعا برای همه یک جای تعجب بود که مثلا یک پرزیدنتی اینقدر کشور بزرگ رو و همه سخنهاش رو رسانه های چی امریکایی چی غربی غیربال کرده بعد به مردم میدهند. شما که حالا وضعیت ما در خود وطن این حال است، ولی دیدیم که در اروپا، در دیگر جا روز به روز شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های تاجیکی مثلا زیاد شده است. آیا امیدوار هستید یا فکر میکنید که در آینده رسانه‌ها بتوانند همه سخن‌ها، ادعاهای سیاستمداران، چی امام علی رحمان باشد، چی رستم باشد، چی حتی خود شما دیگرها باشد، غیربال کرده واقعیت رو به مردم بگن؟ آیا به چنین چیز امیدواره؟ نه تنها امیدوارم، این وظیفه ما هست که چنین وضعیت رو، شرایط رو بیاریم که دیگر در تاجیکستان رسانه حکومتی نباشد، رسانه حزبی نباشد. من به فکرم در این باره در کدام صحبت دیگر گفتم که تکرار نمیخوام کردم، یعنی باید رسانه واقعا هم مستقل باشد و به چالش بکشد سیاستمداران را. وقتی که رسانه‌های آمریکا آمدن در وقت پرزیدنت بودن ترامپ 100 دروغی ترامپ رو آشکار کردن که در همین 4 سال گفت. خب حالا چرا مثلا رسانه‌های تاجیکستان، نه تنها اونایی که در داخل کشورن، از بیرون نمیگن مثلا بگن که 100 دروغی رحمان،
یا صد دروغ کبیری. ولی رسانه‌های تاجیک و اون تحلیلگرای نزدیک به حکومت پیام پرزیدنت رو تبلیغ کرده ایستادن. خب برای همین اینا رو رسانه‌های غیر مستقل میگن، رسانه‌های درباری میگن. خب فرق یک رسانه مستقل از رسانه درباری یا رسانه ناآزاد همین است دیگر. اونا میان دیگر هر چیزی که حکومت بگه هم رو تکرار میکنن. مثلا میاین نه تنها پیام پرزیدنت رو بلکه باز همون اتهامات پرزیدنت رو علیه مخالفینش هم تکرار میکنن. برای مثال وقتی که ترامپ میگه که بایدن یا طرفداران بایدن انتخابات رو فالسیفیکاسیون کرد، رسانه‌های مستقل میگن خیلی خوب ما این دعوای تو رو پخش میکنیم، اکنون دلیل بیار. دلیل چیست؟ ترامپ یگان دلیل آوردن نتوانست. وقتی که رحمان میگوید که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تروریست است، بابای دانه تروریست است، این مثلا با تروریستان کمک میکرد، رسانه‌های مستقل بیان بگن رحمانوف دلیل بیار. دلیل چیست؟ کجاست اون دلیل؟ من میخواستم که در دادگاه شرکت کنم، در دادگاه حزب نهضت، در دادگاه بابای دانه، راه ندادی، پس دعوی دروغ است. این دروغ، این حرفی دروغ است. یعنی وظیفه یک رسانه مستقل، یک جامعه شهروندی این است که اگر اشتباه را، دروغ را آشکار کردن میخواهند بیان آشکار کنن، سوال بگذارن. اما متاسفانه یک گروه میان این همه دروغ‌های آشکار، تهمت‌ها را کنار میگذارن، بعد یک طرفه حالا خوب است که از ما را میکنن. مثلا اشتباه خدا درباره 10 کتاب رو دیگر چقدر سر و صداش میکنن. خب بیان بگن برادر اینجا اشتباه کردی، ولی اشتباه اصلاح شد، در آینده تکرار نشود دیگر. ولی این را با یک بازیافت چقدر خوشحالانه، چقدر بیا که منتظرن که اپوزیسیا باز یک اشتباه دیگر کنن که اینا توی داشته باشن. اما رحمانوف اینقدر جنایت میکند، اینقدر دروغ میگه، جنایت رو زیر خودشون هم میکنند، دروغ رو نسبت خودشون هم میکنند، ولی اینا اون رها میکنند و میآیند دنبال کسی دیگر میگردن. ما باید در آینده کاری کنیم که رسانه‌ها تا حد مستقل باشن، آزاد باشن، که اصلا دیگر هیچ ضرورتی برای آن نشد که بیاد مثلا بگن، اصلا هیچ ضرورتی به دادگاه کشیدن یک رسانه نباشد، مگر در حالتی که او به تحقیر شخصیت و سوء استفاده از مقام و منصب و کسبش کرده باشد، که این دیگر تنها بین دو طرف در دادگاه باید حل شود. یعنی مثلا حکومت هم میتواند به دادگاه بکشد یک رسانه رو، چرا نه؟ یک وزیر هم میتواند به دادگاه بکشد، اما فقط دادگاه مستقل و آزاد باید این مسئله رو حل و فصل کند. برخی ژورنالیستان از مسئولین پیمان و حزب نهضت هم یک نوع انتقاد میکنند که در دادن جواب کمتر سستی میکنن یا دیر میکنن. این میگیم مثلا این نظر میخوان، این با اون منتقل میدهد که او رو پرس، ای رو پرس. نظر شما همچون یک مخالف، یعنی تعامل شما چقدر تعاملتون با رسانه ها را و چه حد بها میدید؟ من 100% به این انتقادها و ایرادها موافقم. نباید یک حزب سیاسی، یک مسئول، یک سیاستمدار بین خود و رسانه ها فاصله بگذارد و حالا مثلا چی حزب نهضت باشد، چی پیمان، چی خودی من، چی هر کسی دیگر باشد، بلا فاصله وقتی یک رسانه به او مراجعت میکند در چارچوب صلاحیت‌هایش و معلوماتی که دارد در اختیار آنها باید بگذارد. ولی من از تجربه خودم، حالا که شما حتما که آگاه هستید که ما چقدر در داخل هم با رسانه همکاری خوب داشتیم و در خارج هم داریم، ولی حالا وضعیت فرق کرده است. دیگر رسانه ها میترسن، رسانه ها پرهیز میکنن و همکاری نمیکنن. من پیشترم در صحبت در هم مثال قانون خدمت حربی گفتم که حتی رسانه های مستقل وقتی که در این باره آمدن تحلیل کردن، برای خود اجازت ندادن که حداقل بگن خب همین قانون یک وقتای از طرف این وکیل پیشنهاد شده بود و نگاهش چه بود، چرا قبول نشد، چرا الان این به این شکل قبول شد. یعنی دلیل های برای خود دارن که حالا مثلا حکومت خفه میشه، ناراحت میشه، پس متاسفانه دیگه نمیشه این گونه رسانه ها رو رسانه های مستقل گفت. میشه نیم مستقل گفت، نیم آزاد گفت، که حتی همونها هم که با پول خارجی هستند و یک رسانه خارجی هستند
آهسته آهسته زیر بار می روند و خود را مطابق میکنند با خواسته ها و با فشارهای حکومت. متاسفانه ولی ما هنوز هم آماده همکاری هستیم و بله اراد داریم، با ما هم باید اراد باشد ولی همیشه آماده همکاری هستیم. بعضی ها مثلا حالا که درباره رسانه ها گفتیم، بعضی رسانه ها در داخل تاجیکستان با وجود بعضی مشکلاتی که دارد فعالیت دارن و زحمت میکشن، تاثیر خود رو دارن، مثل از فیلوس دیگر و دیگر. ولی بعضی ها از مخالفین بسیار به نظرتون سختگیری بد نمیکنن که میگوین اینها مثلا وضع اونها رو درک نکرده بعضی چیزها میگوین نسبت بعضی رسانه مثل از فیلوس؟ ببینید، حالا من نمیخوام اینجا کدام رسانه را تحلیل کنم، اونا شرایطشون خودشون میدونن، ما حق نداریم در اینجا یه رسانه ها را تحلیل کنیم که چرا اونها چون موضع گیری میکنن. اما اگر از وسیع‌تر نگاه کنیم خیلی بی‌انصافی هست، اصلا غیر منطقی است که یک حکومت رو با یک اپوزیسیون مقایسه کنن. حکومتی که مثلا میگن اپوزیسیون در مقایسه با حکومت ضعیف است، باید ضعیف باشد. چگونه حکومت اگر اپوزیسیون از حکومت قوی تر باشد، برای الکی ما حکومت رو گرفته بودیم، اگر قوی تر می بودیم جاها عوض میشد. و حکومت در اختیارش بودجه دارد، میلیاردها پول دولت، پول ملت، ارتش دارد، رسانه ها را دارد و خود شمار کارشناسان را دارد. بعضی همون کارشناسایی که حالا به نام کارشناس مستقل یا تحلیل میکنید شما را دارد که شما از پول دولت و ملت باز میاد همین گونه تحلیل های غیر منطقی میکنید. اپوزیسیون چی دارد؟ اپوزیسیون 4 گریزه و فراری و از وطن مانده مالکیت رو مصادره کرده، همه اعضای فعال را زندانی کرده، تروریست اعلام کرده. بعد از همین گونه اپوزیسیون باز میگوید که اپوزیسیون در مقابل حکومت ضعیف است و با یک فخر و با یک هوابلندی میگن. برای شما باید گریه کنید که شما اپوزیسیون ضعیف دارید. شما باید کاری کنید که اپوزیسیون شما قوی باشد. شما بعد اون وقت فخر کنید که ما یک اپوزیسیون قوی داریم که فردا اگر ما رفتیم این اپوزیسیون قوی حکومت رو میگیرد و مدیریت میکند. اما اینو با فخر میگن که ما اون قدر قوی هستیم که اپوزیسیون ما رو پیروز شده نمیتواند و اپوزیسیون ضعیف داریم. برای شما باید گریه کنید. این خودتون بهای خودتون را داده اید که شما یک حکومتی یک جامعه رو به وجود آوردید که در اون دیگر اپوزیسیون قوی بودن نمیتواند. اپوزیسیون قوی یا زندانی است یا مرده است یا در خارج می رود. و یک کتاب خوانده بودم در یک روایتی را در زمان اسماعیل صفوی به فکرم روایت میکنند که چون یک دیدگاه خاص داشت و وقتی که اومد ایران رو همه ایران رو ضبط کرد و گرفت با اون دیدگاه خاص اعتقادی خودش، حالا شاید راست از دروغ اصلا نمیدونم، و یک نگاه خاص به حضرت عمر رضی الله عنه داشت و میگن که عمرها دیگر هر کسی نامش عمر بود و دیگر فراری شدند و کوشش میکردن که در چشم پادشاه ننمایند که دیگر به خاطر نامشون دیگر سرکوب میشن، اذیت میشن. بعد میگن در درگاه نشسته و در اون قصر و گفت که هست یگان عمری که اونقدر تعریف میکنن که در تاریخ عمر اینقدر زور بود و جسور بود فلان، که بیارید من بینم عمر. بعد سراغ کردن رفتن گفتن یک نفری رو آوردن که هم حمامبان بود، یک پیرمرد بسیار ضعیف و بسیار خسته رو آوردن، گفتن که عمر همین را یافته، دیگر هیچ کس در این کشور دیگر عمر نمونده است. بعد گفت که مگر عمر همین است؟ همین خیلی میشه. اون بنده خدا با ترس لرز گفت که حضرت پادشاه در اون کشوری که خدا داری عمر از این قوی‌تر دیگر نمیتونه باشد. حالا باز میگن که کجاش راست است و کجاش دروغ و با مسائل چیز روی در کتابای روایت ها هست کجای خوانده بودم این رو. و حالا شما باید گریه کنید در اون جامعه که شما ساخته، در اون دولتی که شما ساخته، در اون حکومت شما ساخته اپوزیسیون از این قوی‌تر شده نمیتونه. این مصیبت شما است، مصیبت ما نیست. ما خدا را شکر میگیم که باز با کمک مردم لطف پروردگار دیگر حالا هنوز هم هستیم، باز دیگر فعالیت کرده هستیم. من خواهش میکردم از کارشناسان، از ژورنالیست‌ها، از هر کسی هم وقتی که مقایسه میکنن بها میدهن، نه اینکه ما را تعریف کنن، ما را تنقید کنن، ایراد بگیرن، اما منطقی مقایسه کنن. ما را با کسی مقایسه کنن که در شرایط در وضعیتی هموزن و همسان ما هست، نه اینکه با حکومت ها و با کسانی که مثال همه چیز را دارند بعد
بیان ما رو مقایسه کنن. این برابر همون میشود که شما مثلا یک دینوزاور رو، یک فیل رو بیارید مثلا با یک چیز دیگر مقایسه کنید و بگید که این قوی است و این ضعیف. ولی میگویند که واقعا باید مخالفین اعتراف کنند که امام علی رحمان قوی است و توانست همه مخالفین یعنی از صحنه دور کرد، با زندان یا با تبعید با هرچی. این قدرت اون است که توانست بیرون کند. بله قوی است. کی میگه که رحمان قوی نیست؟ و کی میگه که پوتین قوی نیست؟ کی میگه که مثلا رهبر کره شمالی کیم ایل سون است اون قوی نیست؟ قوی است. ولی از قوی بودن رحمان و از ضعیف بودن من ملت چی فایده کرد؟ مگر رحمان فی قوی را دارد، همه را سرکوب کرده ایستاده است، همه را کش نابود کرد. کبیری ضعیف را دارد، رفت به خارج، در خارج نشسته است. برق مردم زیاد شد، نان مردم زیاد شد، حالا معاش مردم زیاد شد. قدرت و قوی بودن یک پرزیدنت را از این معین نمیکنن که اپوزیشنش را کشت و زندانی کرد و فراری کرد. از آن معلوم میکنن که این شهروند عادی چه زندگی دارد، معاشش چقدر است، پنسیش چقدر است، استیپندیای دانشجو چقدر است، آیا مردمش جای کاری خوب دارند، آیا همه وقت برق دارند، همه وقت آبی گرم دارند، اینترنت ارزان و اینترنت با سرعت دارند ندارند. قدرت و قوی بودن یک پرزیدنت در این معلوم میشود، نه اینکه مردمش را زندانی کرد. بابای دانه 80 ساله را برد زندانی کرد، بعد کارشناسان بگن که اعتراف کنید که رحمان قوی است. بله رحمان قوی است. ضحاک هم قوی بود، ولی بلند هم قوی بود، چنگیزخان هم قوی بود. ولی دلسوزی میکند، میگوید که مثلا این زمستان سخت میاد، ارد و دیگر چیزاتون بیشتر کنید، حفظ کنید و ذخیره کنید. این دلسوزی یا میگه که 2 ساله ذخیره کنید. یعنی این ببینید این حرف یک حاکمی ظالمی، من معذرت میخوام از طرفداران رحمانوف، از خود رحمانوف نه، بی سواد هست. این پرزیدنت عصر 21 نمیگه که شما 2 ساله ذخیره کنید. این رو پادشاهان ممکن عصرهای میانه میگفتن که خوشسالی میاد، چون در اونجا بازار جهانی نبود، ارتباطات جهانی نبود و اگر خوشسالی میامد در همون وطن گندم نمی بود، مردم دیگه گرسنه میموندن. چون برای مثال در بخارا اگر که خوشسالی میشد، تو چگونه از مثلا از ترکیه، از ایران، از جای دیگر برای که گندم بیاری بیابان باید با شتر بیاری، نه پاییز است نه هواپیما است. در عصر میانه این حرفی پادشاهان درست بود و اون قصه های حضرت یوسف هم میدونید. اما در عصر 21 که الان مثلا کافی است که گندم از کانادا در مثلا 1 ماه کمتر میرسد در تمام دنیا، از برزیلیا گوشت میرسد، از روسیه مثلا نفت میرسد، شکر میرسد. وقتی که پرزیدنت میاد میگه که شما 2 ساله ذخیره کنید، این مردک در گوش فیل خوب است. این اصلا نمیدوند که در عصر 21 زندگی دارد. اولش اینکه همین مردم پول از کجا پیدا کنن که 2 ساله ذخیره کنن؟ با کدام پول؟ با این معاشی که تو میگی مگر این 2 ساله ذخیره کرده میتونه؟ این بیچاره از سحر تا بیگش خریدن نمیتونه. بعدن اگر پول هم یافت، در بازار تو چه مقدار محصولات است که 2 سال هر شهروند برود خرید کنه 2 ساله را؟ تو کنی در بازار این قدر مول. اگر پول هم یافت، تو هم در بازارت این قدر محصولات یافت. اینا در کجا ذخیره میکنه که نپوسدی؟ من میگم که این قدرت رحمانوف قوی بودنش نیست، این ضعف رحمانوف است که تمام قدرت خودش رو در زدن و کشتن و نابود کردن نشان میده. در جایی که بیاد در خراندن و پوشاندن و جای کار تأمین کردن و آزادی رو تأمین کردن نشان میده قدرتش رو. و حالا اینجا بگیم رحمانوف در کشتن و در دزدیدن، در غارت کردن قوی هست، من شک ندارم. اما در ساختن یک زندگی آباد و پیشرفته و یک کشور و یک ملت متمدن، رحمانوف ضعیفترین پرزیدنت دنیا هست. اگر چنین قدرت در کار باشد، من از بحر این قدرت گذشتم. من هیچگاه نمیخوام چنین پرزیدنت قوی باشم. اما اگر پرزیدنت قوی، من میخوام پرزیدنت قوی باشم، یا پیمان ملی تاجیکستان یا هر کسی آینده میخواد پرزیدنت شود، قدرت و جسارت و شجاعتش را در تأمین زندگی خوب،
راه خوب، بیمارستان خوب، معاش خوب، جای کار خوب و اینترنت ارزان و با سرعت و برق دائمی نشان می‌دهد که یگان تاجیک محتاج یگان خرج خارجی و جای کار در خارج نشود. اگر چنین قدرت است، پرزیدنت قوی چنین است، بله ما باید چنین پرزیدنت داشته باشیم. اگر قدرت رو شما، والا من شما رو محمود جان نمیگم، کسانی که این سوالا رو میدین در این بینن که پرزیدنت باید بکشد و غارت کند و بدزدد، من این را قدرت و قوی بودن نمیدونم. حالا 2 ساعت 45 دقیقه قریب شده است صحبت ما. آماده خسته نشدید؟ اگر خسته شده باشید یک چند سوال درباره همون کارشناسی مرکز تحقیقات، همون مقاله‌ای که نشر کرد، کارشناسی مرکز تحقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، اگر وقت داشته باشیم خسته نباشیم. 10-15 دقیقه دیگر درست دارد، ولی مردم خسته شدن. ما که عادت کردیم بسیار گپ زدن، ولی مردم خسته میشه. بسیار خوب. عبدالله راهنما، کارمند مرکز تحقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقاله به نام 10 مشکل اپوزیسیا شدن نشر کرد. گفت اگر این نوشته رو، این خطاب به مخالفین است، به خود شما هم است، اگر این نوشته رو نیک و بی‌غرض مطالعه نماییم، روشن است که این مقاله هرگز تبلیغی و جبهه‌ای نیست و برای جنگ اطلاعاتی یا ضد کسی نوشته نشده است. او میگوید اگر نیروی در حقیقت اپوزیسیون سیاسی باشد، این مطلب آرام را آرامانه میخواند، بندهایش را میاندیشد، در دایره خود محاکمه میکند و به این واسطه خود را تکمیل میکند و شاید به مؤلف سپاس نیز میفرستد. ولی دیدیم که واقعیت این شد که مخالفین و هم روشنفکران این مطلب را، این دهگانه، این شاخص های دهگانه ای که این کارشناسی مرکز تحقیقاتی استراتژی نوشته است جدی نگرفتند. سوال این است چرا این پیشنهادها اگر این واسه درست باشد و به تعبیر مؤلف شاخص های دهگانه برای تبدیل شدن به یک اپوزیسیون سالم و سازنده از طرف مخالفین از جمله خود پیمان جدی گرفته نشد؟ چرا؟ واقعا سوال شما خودش یک سخنرانی طولانی شد. ببینید محمود جان، حالا ما و شما که دیگر هستید در اینجا، مگر واقعا هم چه همین تحلیل یا تحلیل‌های دیگر در بین ما و شما در پیمان جدی گرفته نشد؟ شما حداقل خودتون میدونید که ما حداقل هر دومون صحبت کردیم در این باره، با دیگر دوستان در این باره صحبت کردیم. نه، اولش این باید بینه که منظور ایشان و دوست عزیزمون عبدالله راهنما و دیگر کارشناسان از مخالفین کی است؟ مثلا اگر یک نفر، حالا چون یک فیک یا حتی یک آدمی واقعی هم باشد و اعضای پیمان هم هست، اعضای نهضت هم هست، حتی مثلا خود شما هم باشه که یک مسئول پیمان هستید، اگر در جای یک نظر گفتید و مخالفت کردید، این نظر مخالفین نیست. مخالفین وقتی که میگن باید مشخص گفته شود که مثلا پیمان ملی تاجیکستان این مطلب رو یا دیگر تحلیل رو جدی نگرفت یا غرضناک بها داد. اگر در بیانیه یا در موقعگیری رهبری پیمان یا یک سخنگوی پیمان چنین چیزی، این نظری من بود که، یعنی نظری من بود که اون گفته است که باید بی‌غرضانه و خیلی آرامانه تشخیص بدین ببینن، ولی من از دید خودم و از واقعیت این شد که کسی از مخالفین هم در این باره زیاد صحبت نکرد. پس من فکر کردم که نه اگر ببینید، من برای گفتم که حداقل ما و شما که صحبت کردیم، حالا درست که نامدیم یا میز گیر درست نکردیم در آنلاین یا در یگان جا، اما انصافا مثلا چی، حتی مثلا حفیظ بابایاروف یا کسان دیگر که می نویسن، ما حتما که بحث میکنیم، میبینیم و میگیم که اون مقدارش که واقعا به درد ما میخورد و ما را اصلاح میکند باید جدی گرفته شود و خیلی آرامانه، و اونش که واقعا احساس میشد که یا طرف تحت تاثیر کدام دیدگاه خاصی خودش قرار دارد یا اینکه فشار هست یا هر چیزی هست، اون رو ما جدا کرده توانیم. اما همین مثلا مقاله 10 مشکل اساسی اپوزیسیون تاجیک واقعا مقاله بسیار خوب، عالی. تقریبا من حالا نمیخوام درباره شخصیت دوستمون عبدالله راهنما صحبت کنم چون خیلی خطرناک هم هست. من حالا میترسم که با تعریف کنم ضررش نشود، تنقید کنم باز ایشان خودش هم ناراحت نشود.
ولی تلاش میکنم خیلی بی‌طرفانه صحبت کنم. چی در گذشته چی در امروزه خیلی جدی گرفته می شود، حداقل از طرف ما، از طرف رهبریت پیمان ملی تاجیکستان. و حالا همین خواندم احساس کردم که دوستمون عبدالله راهنما دارد برمیگردد به همون دیدگاه ها و متدی که تحلیل هایی که در قبل داشت، از اول داشت و به او آب رو بخشید و جایگاه بخشید. و این خیلی چیزی خوب است. وقتی که من همین 10 تا دیدم خیلی خوب. مثلا حالا طرف فکر کند که بی غرضانه آرام همینا رو بخواند و من در داخل نه تنها تحلیل، چندین تحلیل های دیگر، حتی همون تحلیل هم که احساس میشد که خیلی غرضناک و خیلی تحت احساسات گفته شده است، باز یک جوهری وجود دارد و می شود بعضی نکته های مفید رو از اون پیدا کرد. اما ببینید وقتی که یک، حالا اینا من جوابا نمیگم، برای ایراد گرفتن و تنقید نمیگم، برای اون میگم که در آینده، حالا شما تصور کنید برادر دوستی عزیز عبدالله و دیگر دوستان که این تحلیل آخری شما رو ما خیلی آرامانه خواندیم، جدی قبول کردیم و واقعا همین طورم بود و خدا ما رو در این آینه پیشنهاد کرده شما یک بار نگاه کردیم، خیلی کمکمون کرد و کمکم خواهد کرد. اما من یک توصیه برادرانه دیگر میدم جدا از این بحث. خیلی خوبه بود که شما قبل از اون که بیاید توصیه خوبتون رو به اپوزیسیا بدید که مثلا 10 مشکلی دارد، 15 مشکلی دارد، 5 تا دارد، شما یک بار بیاید حکومت رو هم مثلا 10 مشکل حکومت تاجیکستان یا حکومت ملی یک تحلیل بنویسید تا اینکه مسئله پوره شود. این به معنی اون نیست که من حالا تنقید کنم که نه چرا شما اول 10 مشکل حکومت رو ندیدید و 10 مشکل اپوزیسیا رو دیدید. نه، کاری خوبه کرده، دستتون درد نکنه. وضعیت اون را درک کردن در که در کجا است یا نه. ببینید اگر ما بیایم از این مبنا صحبت کنیم که حالا عبدالله راهنما یا هر کسی دیگر در یک حالتی هست که تحت فشار است، نمیتواند اپوزیسیا حکومت رو حداقل تحلیل کند، نمیگم من تنقید کند، مثلا بیاد همون ایده های آرمانی خودش رو درباره حکومت ملی بنویسد، مثلا بگید که حالا مثلا کار خوبه کرد که اپوزیسیا ملی رو چگونه دیدن میخواهد. ما باید تلاش کنیم که خودمون رو به این، اولش باید اعتراف کنیم که به این معیارهای عبدالله یا کسی دیگر حالا موافق نیستیم. مثلا عبدالله راهنما میگه که اپوزیسیا سالم ملی باید این گونه باشد، اما اپوزیسیا امروزه این گونه نیست. خیلی خوب، ما قبول کردیم و تلاش میکنیم که خودمون رو مطابق با اون کنیم. و حالا عبدالله بیاد، عبدالله راهنما یا هر کسی دیگر بیاد که حکومت مراد دل ما، حکومت ملی و آرمانی ما این است، 10 تا 10 صفت رو داشته باشد. من نمیگم که بگوید که حکومت تاجیکستان متاسفانه این گونه نیست، چون این را کار کنه دیگر عبدالله راهنما در اونجا کار نمیکند و حکومت هم مثل اپوزیسیا نیست که بعد بشیند و آرامانه تحلیل کند. دشمن اعلانش میکند، خائن اعلانش میکند. حکومت رو تنقید نکند، حداقل مثل یک آرمان ایده بیاد بگه که خب این 10 نقطه حکومت ملی و این 10 مشکلی یک حکومت دیکتاتوری، نام نبرد از رحمانوف، این 10 تا محور که یک اپوزیسیا ملی باید داشته باشه و این 10 مشکلی یک اپوزیسیا امروزه تاجیکستان. این میشه یک تحلیل منطقی که دیگر همه بگن که ماشاءالله دستش در نکند. این یک کارشناسی واقعا هم ملی، یک نقشه راه برای حکومت و برای اپوزیسیا داد و واقعا این کار رو میتونن کرده، یعنی هم با قدرت فکری و اون اینتלקچوالی که دارن، من شک ندارم که این کار رو کرده میتونن. اما ما هم درست گفته باید درک کنیم که نه، در اون شرایط و در اون وضعیت نیستن که حالا بیان برای حکومت خریطه راه بنویسن. اینا دیگر حالا نه تنها اون دوستان، همه در تاجیکستان عادت کرده است که بیان ضعیفتر رو، اول میگن که این ضعیف است بعد همون ضعیفتر رو میزنن و خب وقتی که میگوی که این ضعیف است دیگه زدن اون طرف ضعیف چی ضرورت داره؟ تو اگر بسیار هنر داری و دانش داری و قدرت داری برای طرف قوی رو بزن. ولی خب دیگر چیکار کنیم؟ متاسفانه همین گونه حکومت داره، همین گونه اپوزیسیا داره و همین گونه کارشناس داره. والا هممون با یکدیگر مربوطیم، یکدیگر رو پره میکنیم و سزاوار یکدیگر هم هستیم متاسفانه. راست. یک چیزی که در همون آمده است و یک برادر حالا همین شما اشاره کردین،
یک نفر به نام خیسرو در فیسبوک هم همین تحلیل کرده است، همین نوشته ابلوی راهنما را و گفته است که مثلا اینم که مثلا خود حکومت در تشکل یک مخالف، احزاب مخالف خیلی که شما پیشتر گفتید، یعنی تأثیر دارد و حتی سهم دارد که یک مخالف و تو چه حد به نظر شما همین تشکل مخالفین با طبیعت حکومت چی ربط دارد؟ یعنی شدت خودکامگی یا مقیاس خوبی دموکراتی بودن یک حکومت آیا مثلا در کمک میکنه به جامعه شهروندی از جمله مخالفین؟ من پیشترم گفتم که اینا همش به یکدیگر ربط دارن. همین گونه حکومت هست، همین گونه اپوزیسیون میشد، همین گونه کارشناس و جامعه شهروندی و روزنامه‌نگار میشد. حکومت ها و اونایی که قدرت دارن در زبان روسی میگن که زکنده لیمود، یعنی اینها هر چیزی که حکومت بگه، هر رفتار حکومت کند در شکل گیری فرهنگ، ذهنیت، اقتصاد، سیاست جامعه تاثیر میرساند. شما تصور کنید وقتی که رحمانوف آمد در تلویزیون های کشور، اون فکر کرد که با فایده خودش کار میکنه، فحش و فجور را راه داد، به خانواده مردم رسید، به جاگه خواب مردم رسید. حالا فکر کرد که من حالا اپوزیسیون رو بیابرو میکنم، دین رو بیابرو میکنم، اسلام و دیندارها رو بیابرو میکنم. یک مسئله واقعا غیر اخلاقی رو در تلویزیون راه داد. این علاقه دری فسق و فجور و دری همین گونه کارها رو از طرف مقابل و از طرف جامعه باز کرد. و شما دیدید که دیگر در جامعه تاجیک اصلا شرم میکرد حتی درباره این موضوع صحبت کردن. دیگر اپوزیسیون هم هر چیز بیاد، حالا اپوزیسیون در مجموع اپوزیسیون هم هر کی هست دیگر میبینی که از خانواده رحمانوف یا چی نشر کرد، از مثلا از فلانی دیگر اونا میگن عیب نمیدونید اپوزیسیون کار کرد. دیگر بیار جمع کن مردم رو بگید، دیگر نمیتونه پیش روی مردم رو گرفته. من مخالف این کاری رحمانوف بودم، مخالف این کاری یک بخشی از اپوزیسیون هستم که به حریم خصوصی مردم دست دراز میکنن، آشکار میکنن. این را نه دین قبول میکنن، نه ملت، نه هیچ کس. اما کرده ایستادن. حکومت از اون طرف کرده ایستاده است، یک گروه مردم از این طرف عصبانی اینا کرده ایستادن. ملت در بین مونده است با این وضعیت خیلی هم از لحاظ اخلاقی بد. این کارو که شروع کرد حکومت کرد، رحمانوف شروع کرد. رحمانوف مثلا سرکوبگری میکند، زندانی میکند، میکشد، مصادره میکند. مردم حس انتقام پیدا میشود. مردم در جواب میاد یک رفتاری بد اخلاق خود یک انتقام جویانه میکند. خب کی گناهکار است در اینجا؟ من فکر میکنم برای همین میگم که اینجا یک منظومه هست که این حلقه ها از یکدیگر وابسته هستند و هیچ کس نگوید که مثلا در اینجا حکومت تنها گناهکار است، کارشناسان گناهکارند، اپوزیسیون نه. هر کس مقدار مسئولیت خودش گناهکار است. گناهکار اساسی در همه آن چیزی که امروز در تاجیکستان میگذره رحمانوف و اطرافیان رحمانوف است. گناهکار دوم درجه اپوزیسیون هست، ما هستیم. من آشکار میگم که ما از دیگران در این مسئله کمتر از رحمانوف، ولی ما هم گناهکار هستیم. برای یک وقت ما هم جزء قدرت بودیم، امکانیت بود، نتوانستیم پیش روی رحمانوف رو بگیریم و حالا بگیم که ما گناهکار نیستیم. یک کاری غلط است. هر کدام ما به مقدار خودمون گناهکار هستیم. بنابراین من مسئله رو فراتر از آن میبینم که بیایم مثلا بگیم که حالا یک کس عادلانه قضاوت میکنه، یک کس نه. ما همه گناهکار هستیم. باید راه حل ملی پیدا کنیم و همه درد من، همه دعوای من، صحبت‌های من در این است که راه حل ملی باید پیدا کرد. ما دیگر علاج نداریم. بسیار خوب. یکی از مشکل‌های اساسی مخالفین هم میگوید که نداشتن برنامه و پلتفرم الटरनेटिव्ی مدون و سازنده و پروگرسیوی. یعنی در دست مخالفین چنین برنامه مدون نوشته نیست و میگه باید اپوزیسیون سالم مفید سیاسی با چنین چیزی رو دارا باشد. بعد یک سوالم از کاربرا آمده است در این باره که شما برنامه معینی برای ساختن حاکمیت نو پس از انقلاب دارید؟ اگر داشته باشید اون را به مردم ارائه نمایید، زیرا اکثرا این را نمیدونند. از انقلاب دیده برنامه‌های پس از انقلاب مهمترند. یعنی از انقلاب دیده برنامه‌های پس از انقلاب مهمترند. لطفا نامناسب و ناخوانده به سوال جواب گویید. سوال من حالا مثلا اینجا است که ما هم جواب شما را در چند چیزها شنیدیم که میگوید که مثلا یک اپوزیسیون در چند صفحه میتوند برنامه‌اش داشته باشد. اون از
وقتی که در سر حکومت اومد برنامه و استراتژیش بعد در اونجا مثلا به شکل مفصل می نویسد. اینا را داریم. ولی مثلا گاندی در هندوستان مثلا وقتی در جنوب افریقا اینا بود، اون وقت یاد در خود هندوستان بود، اون وقت یک برنامه مدون نداشت ولی یک دورنما، یک آینده‌بینی واضح داشت. همچنین مندلا یک چیزی داشت، ساکاشویلی مثلا یک در حکومت اومد. یعنی آیا در شما در مثلا مخالفین در پیمان ملی در اینها همون یک در گروهی تاثیرگذار یا همون حلقه‌ای که تاثیرگذار است چنین یک دورنمای واضح وجود دارد که این ملت را برای دراز مدت به ساحل برساند؟ مثل پاکستان، هندوستان آمد، گاندی اومد برد یک حکومت موفق، ولی پاکستان متاسفانه با سرداری محمد علی جینا بعدی رفتن جینا چند یعنی انقلاب کودتای نظامی صورت گرفت. آیا در اپوزیسیون تاجیک چنین دورنمای برای نگه داشتن یک حکومت برای دراز مدت، یک حکومتی واقعا دموکراتی دنیوی که همه آزاد باشن، چنین چیزی وجود دارد؟ محمود جان خودت هم اکثر وقت از پاکستان مثال میری برای همونجا تحصیل کردگی و بهتر میدونی. ولی پاکستان هم یک دولتی درست که مثل هندوستان دموکراتی نیست، ولی در مقایسه با کشورهای حوزه مرکزی خیلی دموکراتی تر است، چون همون فرهنگ سیاسی بریتانیا را در اون کشورهای اون منطقه دارد. ببینید محمود جان، بسیار سوال خوب از نام اون برادر گذاشتید و علاوه خودت هم سوال خوب بود، علاوه خوب بودن. واقعا هم وقت پیمان ملی ما وقتی که حزب نهضت بودیم برنامه داشتیم، در برنامه سیاسی در انتخابات ها بود، اما وقتی مهاجر شدیم دیگر ضرورت به اون برنامه نمیمونه، کهنه شد. ما باید برنامه جدید برای ملت پیشنهاد کنیم. وقتی اومدیم چند سال مشغول این کارها و بازسازی و شکلگیری مبارزه بودیم، اولین کاری کردیم ما گفتیم بیایم چیکار کنیم. اول خود مبارزه را آغاز کنیم، بعد بیایم یک برنامه ملی رو برای آینده طراحی کنیم که در شکل گرفتن این برنامه طراحی اون کوشش کنیم که حد اکثر طرف‌ها و بخش‌های گوناگون ملت رو شریک بسازیم، که بخش‌های گوناگون ملت نه تنها در عملی کردن برنامه بلکه در تهیه این برنامه هم شرکت کنیم. تقریبا یک سال دو سال سپری شد، دیدیم که نه، اکثر مردم نه تنها در فکر مبارزه نیستن، حتی برای شرکت در یک تهیه یک برنامه ملی و کاری مشترک آماده نیستن. مثلا هر کس موقع گیری میکند که ما با شما همکاری نمیکنیم، با شما نیستیم اینو. خب دیدیم که نه، با هم یک مجموعه خرد باید کار شروع کرد و باید تکیه بالای نیروهای خود کرد. ما در پیمان ملی کار کنیم. اولین کار آمدیم دکلراسیون خود رو اعلام کردیم. شما میدونید طولانی نیست، در یک صفحه، و اون شکل دولت جامعه‌ای که ما میخواهیم در تاجیکستان در آینده داشته باشیم در اون دکلراسیون هست و اون نشر شده است. البته برنامه از دکلراسیون فرق میکنه. برنامه کمتر جزئی تر است و دارای راهکارهای مشخص تر. و اخیراً در همین حالا شاید 2 هفته نشده است که ما در پیمان ملی به این نتیجه رسیدیم که دیگر به امید دیگر نیروها شدن در کار نیست، بلکه خودمان بیایم یک برنامه ملی رو از نگاه پیمان تهیه کنیم و به ملت معرفی کنیم. اما یک نکته است، من میخواستم اینجا به شما به هم مردم بگم. من طرفدار اون طرزی یا متدی که برنامه سازی زمان پیشینه نیستم که مثل یک دیسرتاسیون می نوشتن خیلی جزئی و فلان. همین حکومت تاجیکستان، همین حکومت ناکامی تاجیکستان که اقتصاد را به زمین زده است، در کابینت های هر وزارت ده ها تا صفحه، صدها هزارها صفحه برنامه خیلی زیبا دارد. استراتژی رشد ملی داریم، بله، تا سال 30 هم هست، تا سال 20 هم هست، تا سال 25. هر وزارت به خودش برنامه دارد، با همکاری سازمان های بین المللی تهیه شده است. ولی از این نوشتن و اعلام کردن چی فایده؟ از این مثال چندین کیلو و چندین صفحه برنامه ها را نوشتن و پرتافتن. ما بیایم، شما یک مثال خوب آوردید که مثال مندلا، مهاتما گاندی، از زمان معاصر ساکاشویلی یا دیگر مبارزین، اینها مگر آمدن یک برنامه طولانی ریز برای ملت رو پیشنهاد کردن؟ نه، دکلراسیون خود رو پیشنهاد کردن
و با یک برنامه محدود در 100 روز اول ما چیکار میکنیم و در یک سال اول چیکار میکنیم. این را به ملت پیشنهاد کردن. در همون 100 روز اول با تمام ملت و مردم یک برنامه بلند مدت دیگر رو مثلا برای 3 سال برای 5 سال به ملت پیشنهاد میکنن. شما محمود جان باور کنید اگر حالا ما هر برنامه را که بنویسیم خیلی جزئی هم باشد ریز هم باشد باز کسانی پیدا میشه که رو انتخاب خواهند کرد. ما باید بیشتر وارد عمل شویم و افکار و اندیشه خودمون رو در عمل کنیم. اما این به معنی آن نیست که ما نه برنامه مثال مدون پیشنهاد نکنیم. همونطوری که پیشتر گفتم الکی بالا این مسئله فکر شد و انشاءالله در حالا نمیگم وقتش چقدر میگیرد، حتما پیش از اون خیزش مردمی میشه. شما این شک نکنید چون حالا مردم بیدار شده ایستاده است، مردم رفته ایستادن و این برنامه باید داغما نباشد. وقتی که امروز تیار شد دیگر در دوام 1 سال تغییر نیابد، نه بعد 1 سال اگر در دوام سال دیدیم که وضعیت تغییر میکند این برنامه ملی هم باید که مطابق با زمان و مکان تغییرات پیدا کند. از همه مهم که این برنامه واقع بینانه و عملگرایانه باشد، نه اینکه مثل همون برنامه قبلی حکومت نوشته شود صدها صحیفه ولی فراموش شود یک منتش عملی نشود. سوال من این است که در مسئله همین برنامه یعنی می شود شاید اول 100 روز اول گفته شاید 2 سال 3 سال شاید خوب برود ولی باز بعداً با مشکلات روبرو شویم. یعنی قصد من آیا می توانید یک ضمانتی که اون حکومت می خواهد برای دراز مدت مثل که هندوستان هم مثال آوردیم حتی اون افریقای جنوبی برای دراز مدت شاید شما باشید شاید نباشید، مثلا همین کاری که حالا کی کرد در تونس حزب نظر استعفا رفت و شاید دیگه یا ساکاشویلی کرد که رفت خودش ولی اون نظامی درست دموکراتی باقی ماند. چنین هست در شما که اولش که آماده هستید که اگر مثلا به همین منافع ملی به همین تقاضا کرد که پیمان ملی و نمیدونم دیگر حزب شما از سر قدرت بروید و دوم یک دراز مدت 1 سال 2 سال نه یک به حدی که مثلا اون یک سیستمی مثلی هندوستان اینا باشد که هر کسی بیاد در چارچوب یا امریکا 200 سال شد ترامپ آمد خیلی کوشش کرد نتوانست تغییرات بیارد و خیلی میخواست که تغییرات بیاد. آیا امکان دارد؟ شما چنین تصور دارید؟ اصلا نگاه شخصی من این است. من حالا در پیمان می را بحث نکردم، البته در یک دایره محدود میدونید که بارها بحث کردیم اما همچون جزء برنامه پیمان نشده است. اما نگاه شخصی من این است که حکومتی که بعد از رحمانوف می آید هر کسی پرزیدنت شد یا هر کس رئیس حکومت شد یعنی نفر اول شد، حالا همون دوره گذشته که 2 سال دوام میکند 3 سال دوام میکند که در این دوره او باید کنستیتوسیون نو رو متن رو آماده کند و این کنستیتوسیون نوی ملی قبول شود یا اون تغییراتی که اخیراً رحمانوف وارد کرد و خودش پیشوا اعلام کرد و خیلی اون کنستیتوسیون رو مجق کرد اون بیرون برآورده شد، انتخابات پارلمانی شفاف رو در اساس بسیار حزبی و گوناگون فکری برگزار کند و آمادگی برای یک انتخابات جدید پرزیدنتی رو آماده کند. وظیفه این نفری که در این دوره اول بعد رحمانوف می شود و خودش دیگر هیچ وقت در طول تاریخ این دولت و ملت به سر قدرت نباید، چه من باشم چه خودت باشه چه کسی دیگر. یعنی گروه اولی که این انقلاب رو یا این خیزش رو این تغییرات رو این اصلاحات رو به خاطر ملت انجام میدهد باید آماده باشد که خودش رو قربان میکند، یعنی خودش میاد پیروز میشود ملت رو از دست این نفر از این خانواده خلاص میکند، یک مدت مردم رو به مردم آزادیش رو برمیگرداند حقش رو برمیگرداند اما خودش دیگر در سر قدرت نمیماند. بعد از او هر کسی که آمد دیگر او بله 2 دوره در انتخابات پرزیدنتی و جای دیگر میتونه شرکت کند. یعنی ما باید در اول کسی را مانیم که گفت پیشنهاد خود درست است، یعنی کفالت باشد که اون دیگر با نیاید که مثلا چی من باشم چی خودت چی کسی دیگر
بگید که حالا این دوره انتقالی 3 سال تمام شد، هنوزم وضعیت آرام نیست، ما باید 5 سال دیگر باشم. این گونه بهانه دیگر نیست. رحمانوف به همین واسطه 30 سال است که از قدرت نمیره، یک ملت رو، یک کشور رو به خرابی آورد. ما باید یک قاعده بسیار شفاف و از طرف همه قبول شده باشد که همه رعایت کند و اون نفری که در این دوره گذشته چند ساله که دوره گذشته رو رهبری میکند دیگر نباید که بار دیگر حقی رهبری دولت شدن داشته باشد. میتونه یک منصب دیگر بگیرد، یک کار دیگر کند، اما شخص اول در کشور نباید باشد. اگر ما این رو تعبیه کرده توانیم، من باور دارم که خیلی از مشکلات جامعه ما حل میشه. بسیار خوب. اگر مثلا این ائتلاف شما یا اون طرفی که شما میرید به این انتخابات در صورت تغییرات پیروز شدید ولی وضعیت طلب کرد که به استعفا روید، مثلا اکثریت رو دارید ولی وضعیت ملت، منافع ملت تقاضا کرد که شما از حکومت بروید، آماده هستین که استعفا برید؟ خب ببینید، من چند سال است که رئیس حزب نهضتم، در این شاهدی خودم چند بار استعفا دادم، چند بار خواهش میکنم که از رئیسی حزب نهضت من بروم. بالاخره آدم خسته میشود، نیروش تمام میشه، به یک کار دیگر بگذارم. حالا شرایط هجرت پیش اومد و اینا، 100% من آماده هستم. حتی من آشکار میگم، ولی اگر ملت لازم است مثل یک سرباز، من همه مسئولیت رو به دوش میگیرم. این آمادگی رو دارم. اینقدر مبارزه کردیم، اینقدر تلاش کرده ایستادیم. اگر ملت بگه که ناز و نوز در کار نیست، در این یک مرحله یا محیط کبیری باید در این کار این مسئولیت انجام بدیم و انجام میدیم. اما این آمادگی رو باید هر کدوم داشته باشه. من خودت دیگران که وقتی که اکثریت اون گروهی که با هم مبارزه کردیم ملت گفت که کبیری استعفا، باید استعفا برویم. حتی اگر خودمون باور داشته باشیم که نه حالا قوت داریم و حالا خدمت کردیم و برای چی استعفا، نه، وقتی که مردم گفت، اکثریت گفت، باید که استعفا برد. از همه خوبش چی است؟ از همه خوب این است که آدم خودش قبل از اون که یک کس بگوید که استعفا برد، خودش باید استعفا برد. یعنی در سیاست بهترین حالت این است که آدم نگویند که تو استعفا برد و خودش باید استعفا برد. چرا کار با این حد برسانیم؟ برای من آماده هستم برادر عزیز. حالا بسیار پیش بعد نرویم. حالا یک طرز صحبت کرده است که گویا که حالا فردا رحمانوف از قدرت رفت و ما پرزیدنت شدیم و مسئله استعفا رفتن ما شد. اما مسئله گذاری خودش درست است. ما شخصیت رو اینجا معیار قرار ندیم، باید که قانون‌ها و معیارهای عمومی طرز شود که نه کبیری تواند از اون سوء استفاده بردن، نه محمود جان، نه کسی دیگر. بسیار خوب. حالا شما گفتید که مخالفین ضعیف هستند، یعنی اعتراف کرده که واقعا مخالفین ضعیف هستند و من خودم شخصا میدیدم که شما در اولا میگفتید که وقتی میگفتن بیایی یک اتحاد شیم، میگفتین که حزب نهضت حالا در یک حالتی وضعیت خاصی خودش است تا یک سال باید خودش جمع جور کند یک به شکلی، بعد وارد میشین. بعد شما اومدین حزب نهضت اومد پیمان ملی رو تشکیل داد و پیش از اون استاد نوری خدا رحمت، استاد ایمن‌زاده، استاد تورا جانزاده اینها اینات داشتن و خیلی از دنیوی ها، لیبرال ها، دموکرات ها در قطارشون بود و امروز هم حالا یک شکل مثل همون هست با اختلاف هایی که هست در نگاه حجمی. ولی سوال من این است که به نظر شما چی فکر میکنید که مخالفین در آینده قوی تر باشند؟ عددی بیشتری زیایان روشنفکران به شما مثلا نزدیک باشد، یعنی با یک شکل در تماس باشید، شاید اعلان نشود، شاید بسیار چی نشود، ولی ملت، زیایی ها، روشنفکران به شما اعتماد کنند، بگن که اینها یک چی هستند. همین را به نظر شما چیکار باید کرد که مخالفین اعتماد زیایی ها، اعتماد ملت رو به شکل بیشتر، قوی تر کسب کنند؟ اولش این که محمود جان، من حالا هم اعتراف میکنم که بله ما در مقایسه با رحمانوف ضعیف هستیم، مثلا در مقایسه با اپوزیسیون روسیه ضعیف هستیم، اما اگر ما رو مقایسه کنید با اپوزیسیون ازبکستان، ما قوی تر هستیم. ما نباید از حد زیاد خودمون رو تعریف کنیم و نه از حد زیاد اون خیلی خاکساری بد باشیم که دیگر از حقیقت دور باشیم. حتی در مقایسه با اپوزیسیون
قزاقستان هم من فکر میکنم که ما قوی تر هستیم و کارهامون داره نتیجه میده. اپوزیسیون مثلا بگیره ترکیه، ایران، اینا 40 سال 50 سال در این خارجن، امریکا کمکشون میکنه، پولهای زیاد، ماهواره‌های زیاد دارن. خود اپوزیسیون ایران قریب 40 50 تا تلویزیون ماهواره‌ای دارن، اپوزیسیون ترکیه هم همین، ولی تاثیرشون در جامعه‌های خودشون به حد نیست که مثلا تاثیر اپوزیسیون تاجیک باشه. ایران یگان پیشتر میزد ولی اخیراً دیگه یگان ماهواره اپوزیسیونی ایرانی رو نمیزنه دیگر، مثلا پارازیت یا ویروس در ماهواره روی نمیکنه. ترکیه هم میخواد، اما تاثیر سخن اپوزیسیون تاجیک همین قدر است که رحمانوف میاد پارازیت روی میکند، میفرستد و ماهواره رو میزند، در صورتی که رهبریت ایران میگن خب گفتن میگیرن دیگر، حالا هستن 40 50 کانال ماهواره کار کرده است. حالا من اینجا مقایسه اونها رو نمیکنم، فقط گپ درباره آن که ما ضعیف هستیم یا قوی، ولی ما در مقابل رحمانوف حالا ضعیفتر هستیم، باید اعتراف کنیم. اما در مقایسه با خودمان 3 4 سال پیشتر نه، ما الان قوی‌تر هستیم، اینا باید اعتراف کنیم. رحمانوف در مقایسه با 3 4 سال پیش اونش ضعیفتر است، اینا باید اعتراف کنیم. همین است که من با نظر بعضی کارشناسان راضی ام که بالانس دارد، آیسته تغییر میکنه. اما سوال شما خوب است که ما چیکار کنیم که اپوزیسیون تاجیک در آینده باید قوی‌تر باشد، منسجم باشد. ببینید محمود جان، من یک وقتای شاید خودم به همین گرفتار بودم یا فکرم به این بود که ما باید آدم بیشتر اطرافمون جمع کنیم، مثلا تشکیلات‌های قوی‌تر، ساختارهای قوی‌تر و حالا مثلا چندین تا دپارتمنت، چندین تا شعبه راه اندازی شود. اما تجربه نشان داد که نه، اینا نه تنها مفید نیستند بلکه به کاری دیگر دخالت میکنن و این یک ساختارهای بزرگ میشه، آدم زیاد جمع آوری میشه که در اونجا دیدگاه‌های گوناگون است، اختلاف نظرها میشود. بعد ما همه بالاخره بشر، معذرت میخوام، یک ناز و نزوهای زیاد پیدا میشود، مردم مبارزه را کنار مونده، مثلا عزت طلبی بیشتر. حالا ببینید سوال من اعتماد سازی با قشری روشنفکر من همین هم میخوام بگم. من خودم یک وقت به همین گرفتار شده بودم و بعد میبینیم که نه، این چیز گاه خلل هم میرسوند. الان من نظرم کمتر فرق میکنه. اگر ما میخوایم که اپوزیسیون قوی باشد و اعتماد با ما زیاد شود، اعتماد سازی با قشرهای دیگر، روشنفکران، اونا که واقعا روشنفکرن، من همه اون کسانی که خودشون آزاداندیش و روشنفکر اعلان میکنن من قبول ندارم. بالاخره هر کس میتونه خودش افلاطون اعلان کند، ولی روشنفکر واقعی مثلا مشخص است او در جامعه چی موقع داره. اینا رو اگر میخوایم که اعتماد سازی کنیم، یک راه داره. حتی اگر گروه خرد هم باشیم، کم شمار هم باشیم، رابطه ما رو با مردم، با ملت و با اون اهداف خودمون قوی کنیم. اگر با ملت قوی شدیم، مخاطب خودمون ملت رو قرار دادیم، همین کاری که تقریبا 1 سال شد کرده ایستادیم، نتیجهش رو هم دیدیم. ما پیشتر مخاطبمون افراد رو قرار میدادیم، میرفتیم با این گفت و شنید کن، با این مصاحبه کن، با این رو دلش رو بیا، فلانی رو متقاعد کن، ناز فلانی رو بردار. بعد میبینی که نه، اون نه نازش کم میشود، نه اون رو متقاعد کرده میتونی، اون برعکس اصلا شخصیتش رو بالا میبره. بیا رو برو با ملت بشین، با ملت صحبت کن، با همون مهاجر و با همون جوان و با همون زراعتکار و دکتر و معلم، چون هدفت بهتر کردن زندگی اون است، نه اینکه هدفت بهتر کردن زندگی چند تا کسی که از خودش افلاطون میتراشد، خودش رو روشنفکر و زیایی. ما وقتی که مخاطبمون ملت رو قرار دادیم و بالای اهداف و بالای برنامه‌های خودمون شفافتر صحبت کردیم، نتیجه رو دیدید. اعتماد مردم با ما زیاد شد و روشنفکران واقعی و قشرهای دیگر هم توجهشون با ما بیشتر شد و خودی ما هم نتیجه کارمون خوبتر شد. بنابراین من دیگر طرفدار اون نیستم که حالا به معنی اون نیست که ما با دیگران صحبت نکنیم و در رو برای دیگران بندیم. نه، در همیشه باز است، گفت و شنید باید باشد، همکاری باشد، اما اون میگن که وزنی صحبت و وزنی کار رو بالای ملت، بالای مردم، بالای هدفها کرد. دیگر این انشاءالله که قشرهای دیگر حتما خودشون نزدیک خواهند شد و ما اعتمادمون با مردم بیشتر شد. مطمئن باش که اعتماد بین ما و دیگر نیروها بیشتر خواهد شد. من در همین بطنی همین مطلبی
شخص‌های دهوانه یک چیز کردم که شاید به نظر من از نگرانی حکومت دلالت میکند. مثلا مؤلف گفته است که حتی هسته‌های نسبتاً متشکل مخالفت ورزنده که تا رفتن پلتفرم نسبتاً شکل گرفته فکری و سیاسی داشتن، یعنی حزب نهضت یا پیمان، اکنون تلاش دارند با هویت و موقع گیری های نو ظهور می نمایند که شاید برای شناخت آنها سالها زیاد لازم باشد. شاید نظر من است که شاید از پویایی از اون اصلاحاتی که در داخل میخواهد از نگاه فکری در اروپا آمدن، یعنی مخالفین تاجیک آمد، خیلی مثلا سفته شد و خیلی از تجربه اینها یاد گرفت. آیا حکومت از پویایی و اصلاحات جدی در داخل مخالفین میترسد؟ ببینید وقتی که ما مهاجرین نهضت نیروهای دیگر آمدیم پیمان ملی را تشکیل دادیم، چقدر هجوم بالای ما صورت گرفت. این از چی بود؟ از آن بود که اونا نمیخواستند یکیش که ما متحد باشیم، دومیش این که این تغییرات پویایی اصلاحات نباید صورت بگیرد. اینا مثلا برای اینها با یک نیروی با نام اسلامی مثلا مثل داعش با هر چقدر رادیکالتر باشد همون قدر برای اون آسانتر و بهتر است. هر چقدر یک اپوزیسیا معتدلتر می شود، قوی تر می شود، برنامه‌اش روشن‌تر و واضح‌تر می شود، برای اینا دشوار می شود و اینا ناراحت می شوند. این من منظورم حکومت است، حالا این کارشناسان نیست. شما مثلا این نقطه نظری که الان گفتید، این نقطه نظری شاید که کارشناسان هست، کارشناسان نزدیک به حکومت، ولی همه حکومت نیست. من اینجا برعکس یک پدیده مثبت یا تحلیل مثبت در نظر اونها میبینم که اونا میگن یک پویایی هست، یک حالا جبهه‌گیری جدید هست. اینم که کاری بدی نیست. اما ببینید باید چیکار کنیم ما؟ هر کس کاری خودش کنه. اپوزیسیا ما و شما هم پویایی، اصلاح طلبی و اصلاح شونده بودن خود را ادامه بدهیم، شفافتر صحبت کنیم، بازنگری در خودمون کنیم، بیایم یک بار خودمون رو یک بار ریویزیا کنیم که ما کی هستیم، چی میخواهیم و هدف ما چی هست، تا این رو چی مشکلی ها کردیم، آینده باید چیکار کنیم که مشکلی ها و این خطاگی ها تکرار نشود. اینو مسئولیت خودمون است، کار دوام بدیم و مسئولیت کارشناسان رو به خودشون واگذار کنیم. اینا اگر 10 سال وقت دارن بگذار ما رو 10 سال تحلیل کنن، 10 سال دیگر 5 سال وقت دارن 5 سال دیگر تحلیل کنن. شاید که رفت حادثه با اینا 1 سال وقت هم نمیتید، زمان هم نمیتید. اینا مثلا کسی که در حکومت است همیشه چون من وقتی که وکیل بودم و در داخل تاجیکستان بودم وضعیت رو دیگه خیلی میدیدم. الان وضعیت رو دیگر میبینم. این کارشناسان نزدیک به حکومت حالا میگن ما بعد 3-4 سال اینا رو تحلیل کنیم. او فکر میکنه که خودش 3-4 سال دیگه در حکومت است، مثلا پرزیدنت هست، حالا خیلی با وقتی بیشتر میخواد تحلیل کند. اما شاید این وقت رو نداشته باشد که 3-4 سال ما رو تحلیل کند. شاید که وقت هم دارد 5 سال دیگر او ما رو تحلیل میکنند. برای همین اونا کار خودشون نکنند، ما کار خودمون رو کنیم. مهم که این موقع گیری های حالا چی میگن جبهه گیری ها نباشد، خلاصه گیری های اونها هم ایدئولوژی نباشد، جبهه‌ای نباشد، نتیجه گیری های ما هم از کار آنها جبهه‌ای نباشد. من حالا خیلی طولانی صحبتمون از همین بعضی برادرها شنیدم که یعنی به من فرستادن همون صحبتایی که با همین دوستا کردم، به این نظرن، حتی به این اعتقادن که من حالا رهبر پیمان ملی تاجیکستان مثلا با اینها میام با نام فیکی بحث میکنم. حتی خود دوستمون عبدالله رهنما هم در کدام چیز بچه‌ها به من روان کردن، گفتن که این دوست حتی کدام یک فیکی با او بحث کرده است از سخن کسی دیگر که گفته است که من میدونم. با من گفتن که خب کبیری با من بحثی پنهانی میکنه از نام کدام فیک. و برادری عزیز، من با خودت چرا چی نیاز است که بیام بحث کنم؟ اصلا این گونه توهمات و فکر داشتن درباره حتی اپوزیسیت هم باشد خیلی به انصافی است. چون که من اصلا باور ندارم که عبدالله رهنما از نام فیک برآمد میکند. خواهش میکنم اینا ذهن حداقل وقتی از زبانی من میشنوید که من این خیلی نیست، حالا به هر کسی دیگر هم باور داشته باشی، بالاخره به ما یک مقدار باور کنید که نه این طور نیست دوستی عزیز. و خیلی ناراحت هم شدم وقتی که اینو خواندم و شنیدم، چون این انتظاری و توقع نداشتم. اما وقتی یک نفر کارشناس به این باور هست،
اون خواه نخواه تحت تاثیر همون قرار میگیرد و فکر میکند که ما میایم مثلا نوشته های او رو، ملاحظه رو فقط از دیدگاه همون یک فکر میخونیم. نه برادران، این خیلی نیست. من خیلی با دقت میخونیم و خیلی استفاده میکنیم و اگر نیاز به بحث هست و شما میخواهید که بحث کنیم و حرف ما بگم آشکار میگم همینجا. فقط من میترسم که یا انخترش میگم شما میترسید که با من تماس مستقیم بگیرید و من هم میترسم که بعد با شما یگان خدای نکرده یگان ضربه نشود. وگرنه چی ضرر دارد؟ ما دو نفر در هر پلتفرمی باشد میتونیم صحبت کنیم، فقط با یک شرط. من یک شرط دارم. من با هر کسی که خودش رو مبارز همین دیکتاتور میگه من همکاری میکنم، مشورت میکنم و صحبت میکنم و بحث رو با هر کسی میکنم که خودش رو طرفدار حکومت میداند و از حکومت دفاع میکند. یعنی این رو جدا کنیم از هم. مثلا شاید یک روز فلان یک کسی بیاد بگه که من میخوام با تو بحث کنم، من میگم موقعیت چی است؟ اگر موقعیت طرفداری از حکومت است من آماده‌ام، اون فرق ندارد اون کسی باشد من بحث میکنم. اون شرط نیست که یک وزیر باشد یا یک آدم عادی، کسی باشد. اما یک نفر خودش رو مبارز میگرد یا کارشناسی مستقل میگرد، من با او بحث نمیکنم، من با او صحبت میکنم، با او مصاحبه میکنم، با او مشورت میکنم که چگونه مبارزه بریم، چی ضرورت دارد که من با او بحث کنم. اون طرف بیاد موقع خودش رو مشخص کند، موقع ما مشخص است، آشکار و شفاف. ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. یک سوال پیش از سوال اخیر همین است که مثلا وقتی درباره اپوزیسیون صحبت کردیم، درباره اینا صحبت کردیم، در وقتی که استاد نوری، استاد پورا جانزاده، استاد زیمزاده اینها بودن سال 90، یعنی اینا یعنی یک نوع مخالفین چنین گپا کمتر بود، یک اعتراض و اینها. ولی حالا واقعیت این است که مثلا من نمیگم مثلا مخالفین، ولی یک گروه هستن که حالا در اروپا ایستادن، شما با مخالفین یا که با پیمان و با نهضت و با اینا در یعنی به شکلی در مبارزه هستن، یک شکلی انتقادهای شدید میکنن دیگر. یعنی من نمیخواستم این مسئله را بگویم و چندین اشاره ها و صحبت هم در این باره شد، ولی در عموم شما چطور با این ایده مردم چه رفتار را کردن، یعنی با جانبدارای پیمان با در عموم چه میبینید؟ شما چی توصیه میدید که با اینا چطور رفتار کرد؟ ببینید دوست عزیزم، من فکر میکنم در همون زمان هم این گونه رفتارها بود. شما شادمان یوسف رو اگر ببینید که رئیس همون وقت حزب دموکرات وقتی که از دست رحمانوف فراری شد و خارج آمد و بود، بعد تبدیل شد رحمانوف رو رها کرد و تبدیل شد به یک منتقد شدیدی خود مبارزینه که در سنگر بودن و مبارزه می‌بردن. بنابراین این پدیده نو نیست. بعداً حکومت‌ها هم بسیار دست کم نگیرن. حکومت‌ها هم قدرت دارن، حکومت‌ها هم پول دارن، زندان دارن و تاثیر میرسونن بالای افراد و همه انسان هستن. انسانی هم که حالا ما را تنقید میکنن که خودشون از دست همون رحمانو فرار کردن، اونا هم بالاخره در اونجا پدر و مادر دارن، خش تبار دارن و در همین جا هم میخواهند که آسوده زندگی کنن. و حالا اگر پناهندگیشون رو ببینه در اونجا چی نوشتن، حتما در اونجا اگر میگفتن که از دست کبیر فرار کردن و مثال اینا دیگه قبول نمیشد، ولی اونجا میگن که از دست رحمان فرار کردیم. اما بعد چون یک شاید مشکلی هایی دارن که من نمیدونم مثلا و با راه تنقیدی ما و موقع گرفتن زیر ما اون مشکلات خودشون حل میکنن. حالا بعضا میگن که شما اپوزیسیون چی کار کردید، چی خدمت کردید با ما بعضا میگیم که حداقل هم که خدمت کرده شدیم که ما را تنقید میکنید، گریبان شما از دست رحمانوف خلاص شده است. یعنی با این موقع گیریتون خودتون خلاص میکنید، وگرنه رحمانوف اون قدر دیله دارد نسبت شما اون قدر پرونده دارد که حالا دیگر خودتون میدونید. من نظرم این است، توصیه‌ام پیشترم گفته بودم و بارها گفتم، حالا هم میگم که ما بیایم دیگر نیرومون رو خرج اون کنیم که اول خودمون رو بازسازی کنیم، قوی کنیم، بعداً با اون هدفمون برسیم که مبارزه با دیکتاتور است و آزاد کردن ملت است. حالا چرا ما بیایم مشغول یک ایده از نفران شویم که هم از دست رحمانوف گریختن، هم با همین مبارزه زیر ما کاسبی میکنن، زندگی خودشون رو راه اندازی میکنن، یا گرند میگیرن یا از فشار رحمانوف خلاص میشون.
یا حتی بعضیش ممکن که واقعا صمیمانه و خالصانه کمبودی ما رو میگن، باید اصلاح کنیم. اما اونایی که واقعا همدیگر غرضناک و پنهان هم نمیکنن که زیر ما هستن، اونها رو دیگه رها کنیم و با کار خودشون مشغول باشن، ما با کار خودمون و وقتمون نیرومون خرج اونها نکنیم. هر چقدر ما بیشتر دقت بکنیم، هر چقدر ما بیشتر مشغول شویم، همون قدر با آسیاب اونها آب ریختیم، همون قدر نیروی خودمون رو کم کردیم. و یک نکته است، من بارها تکرار کردم، باز خواهش میکنم برادران و خواهران، بیاید در همون شبکات با پروکاسیون اونها داده نشوید. اونا میان یک بحثی رو شروع میکنن، زیدی ما یک چی مینویسن و یک کنایه میزنن، پیشخند میکنن، منتظر همین اشتباه ما هستن. بعد وقتی شما میاد از خودتون دفاع میکنید، جواب میگید، کافی است که دیگه اونا شروع کنن که انا با ما هجومی دست جمعانه شد، انا فیکاشون رو فاس گفتن، انا فلان کردن. چی لازم است همین؟ هیچ ضرورت ندارد. مثال مونید رها کنید، بعضیش واقعا مریضن. یک تا بنده خدا شنیدم که خواندم زندانی شده است در استرالیا. مثال واقعا هم اینا از روی بالا نمیدونم چگونه شرح بدیم که من نام همون برادر رو بعداً شنیدم گان مراتبه در اینجا، ولی اون بنده خدا یک توهم داشت، یک فانتزیا داشت که پیمان ملی تاجیکستان ما بر ضد او کار کرده ایستادیم، یک گروه را مثلا سفربر کردیم، در فیسبوک گفتن، در یوتیوب ضد اون پرونده کردن، ترجمه کردیم به اصرف برادر من از کجا این خنیرو داریم با ضد خودت کار کنیم. من یک دو بار گوش کردم، ضد خودم بسیار حقارت کرد، گفتم در حق این برادر دعا کنید، بسیار آدمی صمیمی و ساده میدونم. بله، واقعیت این است که وقتی که بر ضد شما، بر ضد مخالفین هجوم را شروع کرد، لایک هایش کمتر شدن. واقعیت نه ببین لایکاش کم، من نمیدونم لایکاش کمتر شد یا زیاد شد. بعد وقتی که برادران با من تحلیل کردن گفتن که هم حکومتی ها باز را بله میکردند و یک کمتر همون غرورش را زیاد میکردن که هجوم کنند، و هم بعضی دوستان و نام دوستانش در اروپا نشسته. چون برای چی؟ برای که اون تبدیل شده بود به یک سخنگوی صمیمی ولی خیلی ساده و یک آدمی که فایدهش رو از ضررش نمیدونه و صمیمانه ما رو تنقید میکرد. یعنی اون باور داشت به همین که با این دموکراتیا و با این مبارزه های مسالمت آمیز کبیری به جای نمیرسد و در اروپا شده است، با کافرها دارد در ناخنک، البته اون همه را کافر میدونست، همکاری میکند و از این دیدگاه ها داشت و به این اعتقاد داشت. اما یک گروه دیگر او را استفاده میبردن، تعریف میکردن و با گفتی مردم تنتگ میکردن و اونا تبدیل دادن به یک قربانی، به یک آدمی که تبدیل شده به سخنگوی اینها. اما وقتی که او را زندانی کردن، متاسفانه واقعا مظلوم است اون برادر، چون که او باید تشخیص طبی باید بگذاره و امیدوارم همین خیلی هم خواهد شد و شاید رهاش کنن. این دوستان بنام یا پشتیبانش به من گفتن که اینا هم عقب نشینی کردند و دیگر دربارش گپ نمیزنن، چون از اون سوء استفاده کردن و دیگر رهاش کردن بنده خودمون. این قبیل آدم ها رو دیگر نه، ما باید جدا کنیم. اون یک قصهش جدا است و نباید زیاد گرفت، چون مریض هم هست. شاید همین گونه مریض در اروپا هم هست، کی میدوند، و نباید ما زیاد مشغول باشیم و از حد زیاد وقت و نیروی خودمون رو خرج نکنیم. خب سوال اخیر همین است. چند باشه سوال اخیر میگی مردم خسته شدن دیگه. هیچ از اخیر گفته بودم. این آخرین سوال است. شما مثلا حالا مردم کم کم احساس دارن، بعضی کارشناسا و اینا هم احساس دارن که بخصوص در شبکه‌های اجتماعی یک شکل یک منطقه را به یک منطقه دیگر برانگیختن، یا حسی مثلا منطقوی، محلگرایی، اینها در شبکه‌های اجتماعی زیاد شده است. اون چیزی که مثلا در پرونده خودی وزارت کارهای داخلی در نسبت بابای دانه که اون گویا ضد مردم محلی قتلان، یعنی چنین چیزا بعضی ها احساس میکنن که همین یک چیز شاید برنامه ریخته شده است که در همین وضعیتی که مردم در حال سخت هستند، باز همین مسائل محل و منطقه و اینا با این جنگ داختن و همین بیشتر کنن. یعنی نظری شما چی است و بعد توصیه شما با مردم در همین مسئله چی است و با همین جلسه ما صحبت ما خاتمه. سلامت باشد. چون به حیث همچون سوال آخر بسیار سوال مهم مطرح کردید محمود جان. ببینید من شک ندارم همین حکومت بخصوص رحمانوف وقتی که
زورش آمد وقتی که در هم مرحله آخر رسید و همه سلاح‌ها را استفاده بود. حالا شروع کرده است از تهمت، تنقید، محدود کردن، زندانی کردن، اما وقتی دید که دیگه اینم به دردش نمیخورد و دیگر در قدرت باقی نمیموند، از همون سلاح‌های آخرش استفاده خواهد کرد. سلاح آخرش چی است؟ همون کاری که در سالهای 90 کردن، مردم منطقه ها را زیر یکدیگر شوراندن. شمال را با جنوب، یکی را وافچی، یکی را یورچی، یکی را کلابی، یکی را بدخشانی، یکی را وحدتی، یکی را حصاری. و این را شما خودتون وقت شاید یاشتر بدید، ولی من دانشجو بودم، میدیدیم که چگونه فرزندان یک ملت، ما هم کورسا که با هم خوانده بودیم در دانشگاه، در تکنیکوم، در یک جایه بودیم، در ارتش شورایی با هم کار میکردیم، برادر و دوست در سنگرهای گوناگون قرار گرفت، یکی کلابی شد، یکی دوشنبگی، یکی سوغدی. این رو استفاده خواهد کرد، چون یک بار استفاده کردن، تجربه دارن و الکی زمزمه هاش هست. الکی باز همون احیا کردن فرانتی خلقی، باز همون ما کلابی ها، ما ختلانی ها، شما سوغدی ها، شما بدخشانی ها، و این را باز متاسفانه از زبانی به طور پوشیده از زبان بعض روزنامه‌نگاران و همون ایدئولوژهای اطراف حکومت هم کم کم صدا می‌کرد. من از این خیلی نگرانم که همین کار را تکرار خواهند کرد، اما یک امیدواری دارم، یک حالا طرف مثبت کار این است که مردم تاجیک امروزه اون مردم سالهای 90 نیست، جوانان امروزه اون جوانان سالهای 90 نیستند که مثلا زود تقسیم شوند به کلابی و غرمی و وحدتی و سوغدی و حصاری و اینها. حالا ما را این جهانی شوی اینترنت، معلومات، ایده ها باعث آن شد که ما هر یقل آیساست همچون ملت شکل گرفته ایستادیم. شما اگر شبکه ها رو ببینید در پیام هایی که میرسد، مثلا با من که در ناحیه اطراف دوشنبه تولد شدم و بابای رسیدم در فیض آباد و وحدت، یک برادر اسفرگی، یک برادر بدخشانی، یک کلابی، یک دنگرگی، یک حصاری تقریبا با من همون مناسبتی رو میکند که یک فیض آبادی و وحدتی کرده ایستاده است، یک دوشنبگی میکند. و با رحمان فهم همون خیال، یک دنگرگی، یک کلابی. اتفاقا امروز بچهای کلاب، برادران و خواهران منطقه کلاب بیشتر مخالف رحمانوف هستند. چرا؟ به دو علت. یکی آنها فهمیدن که فریب خوردن در سالهای 90. دیگه امروز ضربه از هم اساسی رو، محرومیتی از هم اساسی رو همین منطقه دیده ایستاده است. به دست همین جوانمردان این منطقه سر قدرت آمد، یک تا همش رو بیرون کرد و الان دیگر حتی دنگرگی ها ضرر بیشتر دیدن از مثال دیگر منطقه ها. چرا؟ امروز یک دنگرگی تقریبا متهم است به یک دزدگویان. مثلا گویا همه دنگرگی ها طرفدار رحمانوف باشن، خیلی نیست. دنگرگی زیادی رو میدونم. در همین زندان رحمانوف ده ها تا دنگرگی نشسته است، از آن جمله اعضایان حزب ما. من شاید یگان روز، حالا طولانی میشه، با یگان خاطر رسانم که یک قصه از بعض دنگرگی ها در اون داخل دوشنبه داشتم که به من قصه کرده بود از همسایه خود رحمانوف. بعد شاید در یگان وقت بگویم، ولی باز طرز بگویم که اون طرف ضرر نبینه، چون الان هست یک معلم، اون غیر معلمی استاد رحمانوف که اعضای حزب ما بود، غیر اون. بنابراین من حالا توصیه‌ام چی است که با ملت تاجیک و مبارزین که اولش اینکه خودتون رو به حزب‌ها و گروه‌ها تقسیم نکنید به هیچ وجه. فرق ندارد یک از اعضای حزب نهضت است، پیمان است، گروه 24 است، کدام به حزبی است که مبارز است. بله از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی ما با هم دیگر در گروه ها هستیم، اما دیگر در وقت مبارزه یکدیگر رو تقسیم کردن در کار نیست. این یک. دیگه‌اش به محل ها تقسیم نکنیم. تاجیکستان خانه هممان است، خانه همه باید باشد و ما پیش از همه بیایم بگیم که ما تاجیکستانی هستیم. شاید در مرحله بعدی من یک ایده رو میگویم و حالا شرح نمیگم، بعدا شاید وقتی که پخته رسید بعد اون رو خواهم گفت. الان ما بیایم کلمه تاجیکستانی رو بیشتر استفاده بریم، اما بعدا آهسته آهسته بریم کلمه تاجیک رو استفاده بریم به معنای تاجیکستانی. چون الان ما اگر بگیم که ما تاجیکیم، ما همه تاجیکیم، برادران ازبک ما، برادران لقای، برادران روس زبان، هموطنان عزیزی ما که تاجیک نیستن، تاجیک از لحاظ به معنای امروزش، اونا شاید باید بگن که خب پس شما وقتی میگی ما تاجیکان،
یعنی مثل ایرانی. مثل ایرانی. بله، مثل وقتی که میگن که ایرانی یا امریکایی یا آلمانی همه رو در نظر دارن. آلمانی که آلمانی تبار هست، آلمانی که ایرانی تبار هست، ترک تبار هست، روس هست، فرق ندارد. آلمانی هست. وقتی که دایچ میگن یا وقتی که امریکانیست میگن همه رو در نظر دارن. اما در زمان شوروی این تقسیم بندی به معنی شده بود که وقتی میگفتن شهروند تاجیکستان رو تقسیم میکردن به تاجیک، ازبک، قرقیز و غیره. وقتی که امروز میگیم تاجیک، معنی آن را دارد که ما هم تاجیک و تاجیک زبان و تاجیک تبار رو در نظر داریم. بنابراین همین الان بگیم تاجیکستانی، اما آیسته آیسته بریم به اون سمت که وقتی میگیم تاجیک همه رو در نظر داشته باشیم، از آن جمله ازبک برادران و هموطنان ازبک، لقای، ترکمن، قرقیز، روس و هر کی، یهودی، هر کی باشد. همچنین که در ازبکستان باید به اینجا برسن که وقتی میگن که ازبک، تاجیکان سمرقند و بخارا و هم شامل ملت ازبک باشند و شهروندی درجه 1 و 2 نداشته باشند. اما چون پسیخولوژی ما الان به این آماده نیست، من حالا زیاد نمیخوام در این مسئله بسیار پافشاری کنم، اما الان بیایم ما تاجیکستانی هستیم، ما هموطن هستیم و دیگر غرمی و کلابی و بدخشی و زرافشانی اینا نیستیم. و من این نگرانی را خوب درک میکنم و رحمانوف میتواند در روزهای اخیر از این قطعا استفاده برد که باید ملت هوشیاری را از دست ندهد. سلامت باشید استاد محیدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان. برای این قدر وقت طولانی را با ما دادید، با ما بودید، با مردم بودید، با بینندگان. همچنین از یک بینندگان و برادران و خواهرانی که در این وقت با ما بودند، تماشا کردند، استفاده کردند تشکر میگویم. خدا حافظ، در پناه الله پاک. خدا شما را نگهبان باشد و واقعا مردم، هر کسی که من باور ندارم که یگان کس بغیر من و خدا از اول تا آخر ایستاده باشد. مردم شاید عوض میشدن، دم میگرفتن، اما هر کسی هم اگر نصفش رو تماشا کرده باشد قهرمان است. چون خیلی طولانی شد، ولی تشکر میگم به مردم عزیز که سوالات خوب دادن و به شما هم تشکر که صحبت رو راه اندازی کرده. تا صحبت های باقی آینده خدا نگهبان باشد. خدا حافظ، در پناه. خدا حافظ.